یاس و داس، فرج سرکوهی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. نامه درباره قانون مطبوعات و حکم گردون. نامه مطبوعات از آنجا آمد که گروهی از نمایندگان مجلس طرح جدید قانون مطبوعات را در روزنامه‌ها به نظرخواهی گذاشتند. قانون مطبوعات بر کتاب و نشر نیز جاری بود. جمع مشورتی بر آن شد که نقدی بر قانون مطبوعات بنویسد. گروهی از ما از جمله هوشنگ و سپان و براهینی و جواد مجابی و منصور و من انتخاب شدیم تا در متنی نظرمان درباره قانون مطبوعات بنویسیم. اما کار پیش نرفت که فشارها از حد گذشته بود و قانون مطبوعات نیز چنان بیراه بود که جز الغای کامل درمانی نداشت. نوشتن نامه‌ای در دفاع از آقای عباس معروفی پس از محاکمه ایشان مطرح شد. آقای معروفی پس از پس گرفتن امضای خود در متن 134 عضو جمع نبود، اما زمانی که دادگاه مطبوعات گردون را بست و آقای معروفی را به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله به شلاق محکوم کرد، جمع مشورتی تصمیم گرفت که نامه‌ای جمعی در اعتراض به حکم بنویسد. پیش از آن چند نفری از اعضای جمع که در حکم دادگاه نامشان برده شده بود، به دلیل نوشته‌هایی که در گردون چاپ کرده بودند، نامه‌هایی در اعتراض به این حکم نوشته بودند. من نیز در مقاله‌ای در آدینه به حکم اعتراض کرده بودم، همان کالبد شکافی یک رأی که در شب دردمند آرزومندی نیز آمده است، اما اقدام جمعی نیز ضروری بود. در دومین جلسه‌ای که برای نوشتن نامه تشکیل شد، هوشنگ گفت که از وزارت اطلاعات به او خبر دادند که آقای معروفی به آلمان می‌رود و گفت در آن صورت نوشتن نامه بیفایده است. من و دیگران باور نکردیم. گفتیم که خواستند با دادن خبر نادرست از نوشتن نامه جمعی ما جلوگیری کنند. بر قوانین ایران و نیز بر اساس رویه‌ای که تا آن زمان جاری بود، کسی که پرونده اتهامش در قوه قضاییه مطرح می‌شد، تا تعیین تکلیف نهایی، یعنی تا صدور حکم دادگاه دوم، ممنوع الخروج می‌شد. چه رسد به آنکه کسی در دادگاه اول محکوم هم شده باشد که آقای معروفی شده بود. آقای عباس معروفی به قانون و نیز عرف و روال نمی‌توانست از کشور خارج شود. گفتیم که خبر خروج او از حیله‌های وزارت اطلاعات است. هوشنگ گفت که اطلاعات می‌تواند او را خارج کند، اما ما به حرف گلشیری مخالفت کردیم و گفتیم برای گمراه کردن ما خبر دروغ به تو دادند. پس پیشنویس نامه را نوشتیم و قرار شد در جلسه روز بعد یا 2 روز بعد آن را نهایی و امضا کنیم. اما روزی که رفتیم خانه هوشنگ تا نامه را نهایی و امضا کنیم، با خبر شدیم که با آقای عباس معروفی اجازه خروج دادند و او به آلمان رفته است و تصور ما به هر دلیل نادرست بوده است. از واکنش افکار عمومی جهان ترسیده بودند. با خروج آقای معروفی از کشور نامه را کنار گذاشتیم. نشست‌هایی که برای بررسی قانون مطبوعات برگزار شد، گرچه به اقدامی عملی منجر نشد، اما در ارتقاء آگاهی جمع مشورتی درباره قوانین ایران و در نقد مفهوم قانونگرایی نقش بسیار داشت. برخی که بر ذکر موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور اصرار داشتند، با مطالعه بند بند قانون مطبوعات از اصرار خود دست برداشتند و اعطای آن را به لقاءش بخشیدند. قانونگرایی در برابر استبداد فردی و خودسری مراکز متعدد سرکوب از مشروطه تاکنون یکی از شعارهای ایرانیان بوده است. بررسی قانون مطبوعات به ما نشان داد که این قانون با کمترین حد آزادی بیان نمی‌خواند. نویسنده را به تبلیغ سیاست‌های نظامی و مبانی اسلام موظف می‌کند. بایدها را در این قانون چنان قابل تعمیم نوشته‌اند که زبان ما بسته و دست قدرت باز باشد. حتی ترکیب هیئت منصفه را چنان تعیین کرده‌اند که تنها روزنامه‌نویس آن منتخب وزارت ارشاد است، نه به مثل نماینده روزنامه‌نویسان. برای نویسندگان مستقل یا نماینده آنان نیز جایی در این هیئت نیست. التزام به چنین قوانینی جز قتل آزادی بیان و خلاقیت نبود. « 1373 دوره تازه سرکوب. سال 1373 سرکوب روشنفکران جدی‌تر شد. احضارها و تهدیدها
جلسه‌های فشرده آزار و بازجویی، تعقیب‌های آشکار و پنهان و خرد کردن آدم‌ها با تاکتیک‌های گوناگون، پرونده‌سازی و تشدید جنگ روانی، مخدوش کردن چهره‌های نامطلوب و برساختن چهره‌ها و جریانات موازی را شدت دادند. فشار بر من به ویژه از سال 1373 شدت گرفت. غفار حسینی را چند بار به بازجویی برده بودند. پیش از مرداد 1373 یک بار در جلسه جمع مشورتی گزارش داد که مدت هاست او را احضار و بازجویی می‌کنند. و این بار او را به هتلی میبرند و از جمع مشورتی میپرسند و تهدیدها میکنند. اتاقهایی در چند هتل 5 ستاره از جمله لاله و استقلال و آزادی در اختیار وزارت اطلاعات بود و برخی از کارمندان مأمورشان. غفار گفت که از حرفای آنها فهمیده است که نسبت به چند نفر حساسیت بیشتری دارند و از جمله مرا نام برد و محمد مختاری را. همان شب به خانه ما آمد و گفت که بازجویان اطلاعات به او گفتند که سرکوبی را سر به نیست می‌کنیم چون هم در آدینه و هم در جمع مشورتی نقش مهمی دارد و هم با سیاسیون مخالف و هم با روشنفکران ارتباط دارد و چه و چه و چه و چه. آن شب غفار هشدار داد به من که بهتر است فرار کنی یا مدتی در خانه بنشینی که در خطری. فریده ماجرای آن شب را در مقاله‌ای با عنوان مبارزه کردیم و پیروز شدیم که در کتاب دوم زندان آمده نوشته است. بعدتر دانستم که غفار درست میگوید، اما آن شب گفتم که بلوف میزنند و قصد ترساندن دارند. از آن پس و به ویژه پس از مرداد 1373 احضارها شدت گرفت. 3 یا 4 بار مرا به وزارت اطلاعات احضار کردند. در وزارت تهدید بود و کتک و دشنام و چشم بستن و پرونده سازی. جوانی بود بددهن و فحاش و بیسواد و کمهوش که مرا به مرگ تهدید میکرد و زندان و شکنجه و مصاحبه اجباری و بی‌اعتبار کردن. دست به زن هم داشت. 2 بار هم مرا به هتلی خواندند تا در محیطی متفاوت با بحث‌های ارشادی رأفت خود نشان دهند. کسی بود که خود را علی آقا معرفی میکرد. عاقل مردی بود، کتابخوان و اهل بحث با ماسک اصلاح طلبی. میگفت دریافتند که خشونت راه به جایی نمیبرد و از آشتی ملی میگفت. همان بازی عقاب و کبوتر، هویج و چماق. در وزارت تهدید بود و کتک و در هتل‌ها بحث‌های ارشادی بود و نمایش. ما هم نویسندگان را دوست داریم، ما هم اصلاح طلبیم، ما هم با فشار مرتجعین روبروییم، ما هم برای باز کردن نسبی فضا تلاش می‌کنیم و ما هم محترمانه بازجویی هم می‌کرد. در فضای خشن وزارت 1-2 بار درباره مسافرت‌های من به خارج بازجویی کردند. نوارهای برخی از سخنرانی‌های من و یک مهمانی خصوصی را در اروپا داشتند. عواملشان فعال بودند. اما چیز دندانگیری نبود. در همه بازجویی‌ها تاکید می‌کردم که از فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی پرهیز دارم و نیز در زندگی من هیچ نکته مخفی نیست و آنچه ما می‌کنیم آدینه و نوشتن و جمع مشورتی جمله علنی است. این همه راست بود. جز قدرت و بیرحمی و داغ، آنچه به آنها برتری میداد اطلاعاتشان بود از همه جا و همه چیز، از پرونده سابق ما در زمان شاه بگیر تا نوار جلسه ها و مهمانی های رسمی و خصوصی. در گفتگوهای خشن و مهربانشان با اشاره به این یا آن رابطه خصوصی، این یا آن اظهار نظر یا رابطه سیاسی، این یا آن رخداد در گذشته و حال، با اشاره به جزئیات زندگی اجتماعی و شخصی و ادبی قربانی و همکاران و دوستان او به اصطلاح برگ می‌زدند. می‌کوشیدند شکار خود را در موقعیتی ضعیف و شکننده قرار دهند، زیر پای او خالی کنند، او را به همگان بدبین کنند. شنود داشتند در همه جا و تلفن هم کنترل بود. و عواملی هم داشتند لابد. آنچه ما را مسئول می‌داشت اگر مسئولیتی در کار بود، علنی کاری بود که ما و اینکه هیچ کار مخفی نمی‌کردیم. حربه‌شان هم همان خشونت بود و توهین و تحقیر و تهدید به شکنجه و اعترافات تلویزیونی اجباری و اختلاف افکنی و تخریب شخصیت از راه شایعه پراکنی و پاشیدن بذر بدبینی و یأس. اطلاعاتشان را بیشتر با شنود و تعقیب مراقبت به دست می‌آوردند که در مورد ما که هیچ مخفی کاری نمی‌کردیم آسان بود و از عوامل نفوذیشان در میان ما بیشتر برای خط دادن بهره می‌گرفتند. و اختلاف افکنی و شایعه پردازی درباره این و آن چهره فعال و پراکندن دروغ و راست درباره زندگی خصوصی آن و این. خط دادن و منزوی کردن و ترور چهره‌ها مخالف و مطرح کردن چهره‌های موافق یا نزدیک به سیاست‌های خود شیوه‌ای بود که به ویژه در میان ایرانیان خارج از کشور با موفقیت به کار می‌بردند.
از شاگردهای مهمشان یکی هم این بود که همه را مستقیم و غیر مستقیم مأمور خود معرفی کنند و مأموران واقعی خود را بپوشانند. چنین بود تا رسیدیم به برنامه هویت که از گام‌های مهم حکومت و وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با تهاجم فرهنگی بود و سرآغاز موجی جدید و مرحله‌ای تازه. زمینه اصلی برنامه هویت و آنچه پس از آن رخ داد و از جمله بازداشت و توطئه کشتن من و قتل‌های دیگر همان نظریه تهاجم فرهنگی بود. تهاجم فرهنگی و برنامه هویت. نظریه تهاجم فرهنگی بستر اصلی برخورد نظام اسلامی با روشنفکران و جمع مشورتی بود. گمانم به سال 1364 و پس از انتشار شماره 5 آدینه بود که کیهان هوایی مقاله‌ای نوشت به قلم آقای عبدالله شهبازی، همان که بر کتاب‌هایی که زندانیان به اجبار در زندان می‌نوشتند مقدمه می‌نوشت. پسر آقای حبیب الله خان شهبازی بود که در قائله خانهای قشقایی علیه اصلاحات ارضی شاه اعدام شده بود. آقای عبدالله شهبازی به دوران دانشجویی در دانشگاه شیراز در ارتباط با محفل چپ به زندان افتاد. 2 سالی در زندان عادل‌آباد شیراز با ما همبند بود و همانجا به ارشاد آقای محمد علی عمویی از افسران حزبی به حزب توده دلبسته شد. پس از انقلاب گمانم عضو بالای سازمان جوانان حزب بود یا چیزی از این قبیل. در زندان جمهوری با اشقیا ساخت و کار به همکاری علنی با آنان کشید. اهل پژوهش‌های تاریخی هم بود و کتابی دارد تحقیقی درباره ایلات و عشایر فارس. همکاری او با اطلاعات در کتابسازی آشکار بود. از مؤثران نشر دیدگاه بود که وزارت اطلاعات را انداخته بود. همان ناشری که کتاب‌های حزب توده از تشکیل تا فروپاشی و خاطرات کیانوری را چاپ کرد. از مؤلفان کتاب اول یکی هم آقای عبدالله شهبازی بود و در تهیه خاطرات کیانوری از مصاحبه کنندگان و یا به واقع از بازجویان. مقدمه کتابی فلسفی که آقای احسان طبری در زندان نوشت. اگر بتوان کتابی را که در زندان نویسانده می شود به حساب مؤلف شکنجه دیده آن گذاشت. به نام سیری در دیالکتیک یا چیزی از همین قبیل را همین آقای عبدالله شهبازی امضا کرده است. بعدتر مسئول بخش اسناد تاریخ معاصر بنیاد مستضعفان شد و از گردانندگان برنامه‌های سیاسی تلویزیون. آقای عبدالله شهبازی از نخستین کسانی بود که سال 1364 در مقاله خود تهاجم فرهنگی را مطرح کرد و آدینه را از مصداق‌های بارز آن برشمرد. نوشت که معاندان نظام که در مبارزه سیاسی و نظامی شکست خورده‌اند، مبارزه خود با اسلام و نظام اسلامی بر عرصه فرهنگ برده‌اند. کار فرهنگی کوششی است برای مبارزه با اسلام. نام مرا هم برد به عنوان نمونه‌ای از معاندان سابقه‌داری که تهاجم فرهنگی را هدایت می‌کنند. از مقاله او و آنچه بعد از آن آمد هویدا بود که نظریه تهاجم فرهنگی نه یک اصطلاح ساده تبلیغاتی که نظریه‌ای است پخته و پرداخته. بعد از او بود که دیگران درباره تهاجم فرهنگی بسیار گفتند و نوشتند. نظریه تهاجم فرهنگی از اعماق تاریخ می آمد، از بستر جنگ‌های صلیبی، از رقابت‌های نظامی و فکری اسلام و مسیحیت، 2 دینی که ادعای جهانگیری و جهان شمولی دارند، از جنگ‌های کهنه اسلام و یهودیت و جنگ در جریان اسرائیل و فلسطینی‌ها، از واکنش جوامع اسلامی در برابر استعمار و تسلط فرهنگی غرب، از غرب زدگی جلال و از واکنش منفی در برابر مدرنیته تحمیلی و تقلیدی. نظریه تهاجم فرهنگی واکنش اسلام بنیادگرا هم بود در برابر رنسانس و خردگرایی و مدرنیته و جهانی شدن، آن روی سکه جنگ فرهنگ‌های هانتینگتون. در بنیادگرایی اسلامی میتوان 3 دوره بنیادگرایی کلاسیک، بنیادگرایی ضد مدرنیته و بنیادگرایی ضد جهانی شدن تمیز داد. در نخستین دوره بنیادگرایی کلاسیک هدف مبارزه با بدعت‌ها و نوآوری‌هایی بود که با قرائت‌ها و تأویل‌های گوناگون در جهان اسلام پدید آمد. دشمن خانگی بود. واکنش اهل شریعت و کلام در مقابل اهل طریقت و فلسفه از این دست بود. در دوره بعدی بنیادگرایی اسلامی پاسخی بود به مدرنیته و جهانی شدن و به رفرمیست‌های مذهبی. این بار دشمن اصلی از منظر بنیادگرایان ائتلافی بود از لیبرالیسم، راسیونالیسم، اومانیسم، مارکسیسم، کمونیسم، سرمایه‌داری،
مسیحیت و صهیونیسم. رفرمیست‌های مذهبی نیز به تقلید و همدستی با تهاجم غرب متهم شدند. اسلام با جنگ و تبلیغ شبه جزیره عربستان تسخیر کرد، با جهاد و جنگ بر حکومت‌های ایران و مصر پیروز شد که رعایایشان آرزوی سرنگونیشان در دل داشتند و تشنه پیام‌های نو بودند. حتی به حیات پیامبر رقابت با یهودیان به جنگ کشید. اسلام با جهاد تا هند و شمال آفریقا رفت. رقابت با مسیحیت که چون اسلام دعوی جهانگیری دارد، در جنگ‌های صلیبی به برخورد نظامی منجر شد. این بار مسیحیان مهاجم بودند. اسلام در لشکرکشی به اروپا در اندلس اسپانیا متوقف شد. ترکان عثمانی تا دروازه‌های وین، پایتخت کنونی اتریش پیش رفتند و اکنون اسلام از نظر شمار پیروان مقام دوم را در اروپا دارد. اصطلاح جوامع اسلامی کلیشه ساده‌ای است که بر تنوع و تفاوت‌های بسیار این جوامع چشم می‌بندد و تفسیرها و تأویل‌ها از قرآن و سنت نیز چندان گوناگون است که در هر بحثی به ناگزیر باید پرسید که از کدام اسلام سخن به میان است. اما به تقریب بیشتر مسلمانان را این اعتقاد پیوند می‌دهد که جوامع بشری باید که بر مبنای احکام الله اداره شوند. قرآن چون عهد قدیم، تورات، حاوی احکامی است در امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، گاه روشن و صریح و گاه چند پهلو و قابل تأویل و تفسیر. در عهد جدید انجیل چنین قوانینی دیده نمی شود. تبدیل مؤمن به شهروند به معنای قبول این فرض است که رأی اکثریت، رأی انسانها، رأی دولت‌های غیر دینی می تواند رأی خدا را در زمینه مدیریت جامعه باطل کند و احکام دینی تنها در حوزه امور شخصیه و در رابطه مؤمن و خدا اعتبار فردی دارند. راه تفسیر و تأویل احکام نیز همیشه باز است. هماهنگ کردن احکام قرآن و سنت با اقتضاهای جوامع گوناگون و دورانهای متفاوت تاریخی، بدعت‌ها و نوآوری‌هایی را زمینه ساز شد. بنیادگرایی کلاسیک واکنش سنتگرایان بود در مقابل این گونه بدعت‌ها. بنیادگرایی اسلامی ضد مدرنیته در سده گذشته واکنشی بود در برابر استعمار و سلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غرب. در اروپای مرکزی مدرنیته جنبشی موزون و درونزا بود. مدرنیته از خارج بر به اصطلاح جوامع اسلامی فرود آمد. تضاد بین سنت و مدرنیته که جلوه‌های آن را می‌توان در تمامی ابعاد زندگی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مردم جوامع اسلامی دید. تاریخ معاصر این جوامع را شکل داده است. بر این تضاد سه گرایش تقلید، تحمیل و سنتگرایی افراطی و تلفیق خلاقانه پدید آمد. بنیادگرایی اسلامی ضد مدرنیته در سده گذشته بر بستر سنتگرایی افراطی شکل گرفت و پرچم مبارزه با استعمار و سلطه غرب برافراشت. کارکردی نو جانی تازه به آن داد. به دوران گذار جوامع اسلامی از سنت به مدرنیته که از 100 سال پیش آغاز و هنوز به انجام نرسیده است، قدرت‌های غربی اغلب از دولت‌های مستبد و فاسد حمایت می‌کردند و به دوران کنونی جهانی شدن نیز اغلب همین می‌کند. دولت‌های مستبد صداهای گوناگون و منتقد خود سرکوب می‌کنند، اما به اتوریته‌ها و نهادهای مستقر مذهبی امتیاز می‌دهند. هنگامی که مردم سر به شورش برمی‌دارند، گاه برای بیان نارضایتی خود به نهادهای مذهبی روی می‌آورند. یکی هم به این دلیل که این نهادها تنها امکانی است که در دسترس دارند. بنیادگرایی اسلامی در عصر جهانی شدن مطرح‌تر، خشن‌تر و رادیکال‌تر شد. یکی هم به این دلیل که انقلاب ارتباطات راه دستیابی مردم به صداهای دیگر و منابع متنوع اطلاعات هموارتر کرده است. رقیبان پرقدرت انحصار مراجع مذهبی را بر آموزش و اطلاع رسانی و فرهنگسازی به چالش طلبیدند و مراجع مذهبی در این نبرد تازه و در این میدان نوگشوده جهانی احساس ضعف می‌کنند. به دیدگاه بنیادگرایان اسلامی اکنون غرب نه با شمشیر و توپ و تانک که با اینترنت و ماهواره و ویدیو به جنگ اسلام آمده است. تهاجم فرهنگی. از مؤلفه‌های نظریه تهاجم فرهنگی یکی هم آن که غرب، مسیحیت، لیبرالیسم، سوسیالیسم و صهیونیسم، اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی هدف گرفته است. هرچه جز قرائت بنیادگرایانه اسلام جلوه‌های فرهنگ مهاجم غرب است، فردیت، خردگرایی، انسانگرایی، حقوق بشر، دموکراسی، پارلمانی که در آن رأی اکثریت می‌تواند آرای خدا لغو کند، آزادی ادیان و بیان و اندیشه و حتی موسیقی و رقص، گرافیک، نقاشی و شعر نیمایی و داستان نویسی مدرن و نقشه‌های فریبنده است از همان نقشباز غرب که نابودی اسلام در سر دارد.
گفتند که مسیحیت در پی ناکامی هجوم نظامی در جنگ‌های صلیبی راه پیروزی را در رخنه کردن در ایمان مسلمانان و در نفوذ فرهنگی یافته است و جنگی کهن را از عرصه‌های نظامی به قلمروهای فرهنگی کشانده است. بر ماست که برای مقابله با این هجوم در عرصه‌های فرهنگی بجنگیم تا راه بر سلطه غرب ببندیم. آرزوی دیرینه ایرانیان که همواره تاریخ از بحران هویت در تعب بوده‌اند، برای برساختن هویتی متمایز و نیز آرزوی استقلال که دست کم از مشروطه تا 10 سال اول حکومت اسلامی از جمله خواستهای اساسی ایرانیان بود، نیز بستری مناسب و بارآور بودند. برای نظریه تهاجم فرهنگی که دم از هویت میزد و استقلال فرهنگی، کمونیست‌های ایرانی بر قرائت روسی و چینی خود از مارکسیسم بیشترین دستاوردهای تمدن مابعد رنسانس را فرهنگ منحط سرمایه‌داری می‌دانستند. اصحاب نظریه تهاجم فرهنگی از کمونیست‌های ایرانی مفهوم انحطاط فرهنگ غرب سرمایه‌داری و از پست مدرنیست‌ها تاکید بر حفظ خرد فرهنگ‌ها و نسبیت فرهنگی به وام گرفتند. در نظریه تهاجم فرهنگی تعاطی فرهنگ‌ها جایی نداشت. جنگ فرهنگ‌ها اصل بود و خاکریز و آماج اول. روشنفکران ایرانی بودند که به منظر صاحبان این نظریه اسب طرای غرب بودند. حاکمان مستبد بودند و به کارگیری روش‌های نظامی و پلیسی را در آنچه جنگ می‌نامیدند و در برابر آنچه تهاجم تلقی می‌کردند روا می‌داشتند. رفرمیست‌های اسلامی نیز گرچه با به کارگیری برخی روش‌های خشن نظامی و پلیسی به دلیل ناکارایی این شیوه و یا به دلیل اعتقاد به حدی از مدارا و رواداری مخالف بودند، اما زمانه را زمانه بازگشت آدمی به معنویتی می‌دانستند که از رنسانس به بعد و با جایگزینی انسان مداری به جای خداسالاری از دست رفته بود. به قرائت برخی از آنان به مثل آقای محمد خاتمی، تاریخ قرار بود از نهاد تز معنویت دینی قرون وسطی دیروز تاریخ و برابر نهاد آنتیتز اصالت ماده و انسان که از رنسانس به بعد بر تمدن بشری چیره شده است امروز تاریخ به برنهاد ستنزی عبور کند که معنویت و معرفت دینی و خداسالاری را بر جهان می‌گسترد پس فردای تاریخ. اینان از گفتگوی تمدن‌ها سخن می‌گویند، اما از تمدن‌ها ادیان و فرهنگ‌های دینی را مراد می‌کنند و با هرچه از دایره معرفت دینی بیرون است گفتگویی ندارند. جایی هست در عالم فلسفه که شاگردان مطلق‌گرای هایدگر وطنی مرحوم احمد فردید، پیروان نسبیت‌گرای پوپر، دیالکتیک جبار هگلی و وعده‌های قرآنی وصلت می‌کنند. به دوران پهلوی اول دست کم در دهه نخستین حکومت به حوزه فرهنگ نیز می‌پرداخت و با همان روش‌های استبدادی می‌کوشید تا برای برنامه خود زمینه‌های فرهنگی نیز آماده کند. در میان چهره‌های خلاق فرهنگی ما به آن روزگار بزرگانی هم بودند که در کنار حکومت بودند. پهلوی دوم تا اواخر عمر استبداد خود از نقش فرهنگ غافل ماند، همراه با ناپدید شدن سیاستمداران استخواندار و به قدرت رسیدن چاکران دربار، نسل فروغی‌ها و منقرض شد و خلاقیت فرهنگی به دوش روشنفکرانی افتاد که در اپوزیسیون بودند. چنین موقعیتی تعادل فرهنگی جامعه می‌شکند. استبداد شاه تنها در اواخر بود که دانست عرصه فرهنگ را به اپوزیسیون باخته است و چراغ مراجع و اتوریته‌های فرهنگی جامعه در سوی مخالف او روشن است. ساواک نفوذ روشنفکران را بر جوانان خطری امنیتی اعلام کرد. دانستند که کار تنها با سانسور و بگیر و ببند نمی‌گذرد. به گمانم بخش فرهنگی ساواک از سالهای 1352 به بعد بود که کوشید عرصه فرهنگی کشور را پلیسی کند. مرادم از پلیسی کردن عرصه فرهنگ‌ها برنامه‌هایی است که نه فقط سرکوب فیزیکی و بگیر و ببند و سانسور را اعمال می‌کند، که انحصاری کردن و رهبری فرهنگی را در نظر دارد و برنامه این را بر شیوه‌هایی چون حذف فرهنگی و فیزیکی، شایعه پراکنی، تخریب و منزوی کردن شخصیت‌های فرهنگی مستقل، جعل چهره‌ها و نهادهای فرهنگی موازی، نفوذ مستقیم و غیر مستقیم برای خط دادن و تحقق می‌بخشد. بیداری دستگاه‌های امنیتی پهلوی دوم دیرهنگام بود و برنامه‌های ساواک در زمینه فرهنگ کاری از پیش نبرد. روحانیت اما از همان آغاز به نقش فرهنگ آگاه بود و مبارزه فرهنگی با رقبای خود را نه فقط به شیوه‌های مرسوم، نقد و بررسی و جدل و کار فرهنگی و که به شیوه‌های امنیتی نیز پی گرفت. روحانیون لایه‌ای فرهنگی بودند واقف به تأثیر فرهنگ بر جامعه. تجربه‌های مبارزاتی مسلمانان به دوران شاه و تجربه‌های ساواک نیز در اختیارشان بود. از همان آغاز امکانات امنیتی و پلیسی را در کنار نهادهایی چون وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و ده‌ها نهاد فرهنگی چون بنیاد فارابی که مسئولیت هدایت،
ارشاد و سانسور سینما را بر عهده داشت، حوزه اندیشه و هنر اسلامی که کارش تربیت هنرمندان مسلمان بود، سازمان تبلیغاتی اسلامی و به خدمت گرفتند. با تشکیل وزارت اطلاعات بخش فرهنگی آن نیز فعال شد. بسیاری از کارمندان وزارت اطلاعات در رده‌ها و بخش‌های گوناگون از جمله بخش فرهنگی برای گذراندن دوره‌های آموزشی به شوروی و آلمان شرقی و رومانی و سوریه و کوبا اعزام شدند. آقای مهدوی کنی، مرشد خط راست و گرداننده جامعه روحانیت مبارز نیز دانشگاه امام صادق یا مجتمع جامعة الصادق را راه انداخته بود. در جامعة الصادق کادرهای وزارت اطلاعات و وزارت خارجه در کنار دانشجویانی که با ضوابطی سخت گزینش می‌شدند تا مدیران آینده دستگاه‌های امنیتی و دیپلماسی نظام باشند، از استادان مورد اعتماد که ضوابط راهیابیشان به جامعة الصادق بسیار سخت بود، علوم انسانی، مکاتب فلسفی و زبانهای خارجی فرا می‌گرفتند. بعد از سقوط بلوک شرق نیز درس‌های بسیار آموختند. به این نتیجه رسیده بودند که میان حکومت آنان و نظام‌های حاکم بر بلوک شرق آن زمان مشابهت‌ها بسیار است. حکومت بر مبنای ایدئولوژی واحد، رهبر، حزب واحد و هر دو نظام در نابودی و سرکوب سازمان‌های سیاسی مخالف موفق بودند. درست یا نادرست به این نتیجه رسیده بودند که روشنفکران مستقل و منفرد و منتقد در سقوط حکومت‌های بلوک شرق نقشی مهم داشتند. می‌گفتند که روزنامه نویسان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، استادان مشهور دانشگاه، دانشمندان معروف و در غیبت احزاب سیاسی در میان مردم و لایه‌های تحصیل کرده جامعه برد و نفوذ می‌یابند و آنگاه که بحران سیاسی فرا رسد می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. نهادها و احزاب سیاسی مستقل را سرکوب کرده بودند و بر آن بودند تا روشنفکران مستقل را که بمب‌های بالقوه می‌نامیدند خنثی کنند. حذف فیزیکی و حذف فرهنگی را در دستور روز گذاشتند. ابزارهای حذف فیزیکی قتل بود و زندان و شکنجه و خرد کردن شخصیت. هدف حذف فرهنگی منزوی کردن و خنثی‌سازی چهره‌های فعال مطرح بود. شیوه‌ها و ابزارهایی چون شایعه پراکنی، بزرگ کردن ضعف‌های واقعی یا ساختگی افراد، دشمنی در انداختن و بر کوره اختلافات داخلی و رقابت بین روشنفکران دمیدن، بی‌اعتبار کردن، تهمت و افترا، مصاحبه‌های تلویزیونی اجباری، سانسور و تحمیل خودسانسوری، جعل چهره‌هایی که با همان حرف‌های روشنفکران منتقد و مستقل به میدان می‌آیند اما با دستگاه‌های امنیتی یا با این و آن جناح ارتباط دارند، جعل نهادهای پنهانی وابسته که برنامه‌های نهادهای مستقل را مصادره می‌کنند یا نهادهایی که فعالیت محدوده غیر خودی‌ها را نیز رخصت می‌دهند اما کلیدها را در انحصار حکومتیان نگه می‌دارند. بیرنگ کردن چهره‌های مستقل با وارد کردن آنان در برنامه‌ها و نهادهایی که به این یا آن راه با حکومت همراه است و را در حذف فرهنگی به کار گرفتند. نظریه تهاجم فرهنگی 2 دهه چراغ راهنمای استبداد دینی ایران بود و همه امکانات مملکت به خدمت گرفت. چنین بود که ما نه فقط با سانسور و خودسانسوری و بازجویی و احضار و مرگ و حمله‌های فیزیکی حزب الله و حمله‌های مدام کیهان و جمهوری اسلامی و رسالت و کیهان هوایی و صبح و قلم‌های میرشکاک‌ها و شریعت مداری‌ها و نصیری‌ها و انبارلویی‌ها و سلیمی نمین‌ها و البته با ستون‌های بی امضایی روبرو بودیم که برای حمله به ما اطلاعات محرمانه وزارت اطلاعات را با اتهام‌های غیر واقعی مخلوط می‌کردند که با یک جنگ از تمام عیار روانی سازمان یافته نیز رو در رو بودیم. پس از انتشار متن 134 نظام با جمعی منسجم‌تر و فعالتر روبرو بود. کار مبارزه با تهاجم فرهنگی که به گمان اصحاب این نظریه ما در رأس و مرکز آن بودیم بالا گرفت. فضا یکسره پلیسی شد. روشنفکران را به هتل‌ها یا به وزارت اطلاعات احضار می‌کردند. تهدید بود و آزار و توهین و کتک. بازجویی‌های طولانی، آن هم از گروهی نویسنده و روشنفکر که هیچ چیز برای مخفی کردن نداشتند. کنترل آشکار تلفن‌ها و رفت و آمدها به قصد اعمال فشار روانی و تضعیف روحیه. جنگ تمام عیار روانی و حذف فرهنگی و فیزیکی. برنامه هفتگی هویت در کانال 1 تلویزیون در پربیننده ترین ساعات آن هم بود. کمر به نابودی ما بسته بودند. از مفاهیم اصلی تئوری تهاجم فرهنگی، نظریه وابستگی فکری روشنفکران غیر خودی مستقل و منتقد به فرهنگ غرب بود.
بخشی از این نظریه آنجا که بستر بسیاری از اندیشه‌های جنبش روشنفکری 100 ساله اخیر را غرب می‌دانست بر خطا نبود، اما تعاطی فکری و تبادل اندیشه را وابستگی تلقی می‌کردند و ناآشنایی و گاه بیگانگی روشنفکری معاصر ایران را با فرهنگ گذشته، اسلام و منابع کلاسیک که ضعف این جنبش بود به حساب از خود بیگانگی می‌گذاشتند. تبلیغ علیه روشنفکران به دستاویز غربگرا بودن جنبش روشنفکری اما تأثیر دلخواه آنان نداشت. فرهنگ غرب مدرنیته و به ویژه آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی برای مردم جذابیتی بیش از دوران قبل از انقلاب یافته بود. تحمیل سنت‌های مذهبی در مردم واکنش منفی نسبت به آن فرهنگ برانگیخته بود. 20 سال عقب ماندگی، استبداد، فقر، ویرانی، تبعیض‌های جنسی و مذهبی و عقیدتی و قومی به نام خدا و اسلام مردم را به نقد سنت و مذهب کشانده بود. در تبلیغات برای مردم، نظریه انتزاعی سرچشمه‌های فکری کارساز نبود. مردم عادی و به ویژه توده حزب الله ساده اندیشتر از آن بودند که برای مبارزه با مفاهیم انتزاعی بسیج شوند. پس مفهوم گرایش به فرهنگ غرب و مدرنیته را که مفاهیمی انتزاعی و نظری بودند، برای حزب الله در قالب افرادی که جاسوسی می‌کردند، مأموران جیره‌خوار استکبار جهانی و دستگاه‌های جاسوسی اروپایی و آمریکایی و موساد عینی، مادی، ملموس و قابل فهم می‌کردند. همان شیوه‌های استالینی نمایش دادن مخالفان به صورت جاسوسان که سالها در کشورهای سوسیالیستی رایج بود. درس‌هایی را که در آموزشگاه‌های پلیسی اتحاد شوروی، آلمان شرقی، رومانی، سوریه و کوبا در زمینه‌های گوناگون از انواع شکنجه و اقرارگیری تا متدهای گوناگون جنگ روانی آموخته بودند، با تجربه‌های ساواک ترکیب کردند. تعلیمات حزب توده و فدائیان اکثریت علیه امپریالیسم که به مخالفت با مدرنیته و آزادی‌های فردی و اجتماعی تقلیل یافته بود نیز به کارشان آمد. باور به آزادی اندیشه و بیان و مذهب، حقوق بشر، توسعه سیاسی، برابری زن و مرد، مدارا و در تبلیغاتشان شد وابستگی فکری و فرهنگی و تشکیلاتی به غرب. آزادی اندیشه و بیان و مدرنیته شد وابستگی فرهنگی و وابستگی فرهنگی شد وابستگی شخصی و مادی و ما شدیم جاسوسان خودفروشی که به دلیل ضعف‌های شخصی و اخلاقی در سودای پول و شهرت و امتیازات مادی دیگر برای سرویس‌های جاسوسی و سفارتخانه‌های خارجی کار می‌کنیم. برای توده حزب الله به جای مفاهیم انتزاعی باید جاسوس حقوق بگیر می‌ساختند. پس هر کی را که به هر دلیل می‌گرفتند، انگ جاسوسی و فساد اخلاقی، اعتیاد و لواط و روابط نامشروع می‌زدند. استنادشان به مصاحبه‌های اجباری و دیکته شده بود و به روایت مغلوب و کشدیسه تاریخ معاصر، روایتی که در آن روشنفکران غیر دینی، غیر چپ از مشروطه تا بعد فراماسون بودند و گوش به فرمان انگلیس و آمریکا و روشنفکران چپ جاسوسان شوروی. تئوری توطئه نیز زمینه‌ای مناسب بود برای فرضیه تهاجم فرهنگی. بر تئوری توطئه شرق و غرب در صددند که ایران و یکپارچگی و استقلال کشور که آن را با حکومت اسلامی یکی می‌دانند و فرهنگ اسلامی نابود کند. غرب برای نابودی کشور و علیه استقلال و اسلام عزیز میلیون‌ها بودجه اختصاص داده است. همه نهادهای فرهنگی و حقوق بشری غربی شعبه‌های سازمان‌های جاسوسی غربی و صهیونیسم بین‌المللی هستند. هدف تخریب فرهنگ اسلامی است. غرب روشنفکران ایرانی را که خود باخته‌اند و مقهور با پرداخت پول، دعوت به خارج، با مطرح کردن در رسانه‌ها و محافل دانشگاهی و ادبی و هنری و فرهنگی که بر مبنای تئوری توطئه جمله شعبه‌های دستوربگیر استکبار جهانی‌اند، دادن جایزه و در خدمت می‌گیرد تا مبلغ فرهنگ غرب باشند. هدف اصلی غرب اشاعه فرهنگ غربی و گسترش فساد اخلاقی است. غربی‌ها در تحقق تهاجم خود مردم را نیز با اشاعه فساد، بی‌بندوباری اخلاقی، موسیقی غربی، رقص و فرهنگ مصرفی آمریکایی آلوده می‌کنند. به همین دلیل بود که وزارت اطلاعات مبارزه با مظاهر فساد فرهنگ غرب را نیز بر عهده گرفته بود. می‌گفتند دستگاه‌های جاسوسی غربی در گسترش فرهنگ غرب که همان فساد اخلاقی است سهیمند. پس این مسئله نیز امنیتی است. همزمان با کشتن روشنفکران، مأموران بخش مبارزه با فساد وزارت اطلاعات در قالب پاسداران به میهمانی‌های جوانان حمله می‌کردند. در شهرک غرب جوانی را که از چهره‌های مشهور پارتی‌های جوانان در تهران بودند کشتند. با گروه‌هایی چون رپ و پانک و نیز همچون گروه‌های سیاسی مخالف برخورد می‌کردند. اخلاقیات مذهبی و سنتی، گرایش ایرانیان به استقلال، بیگانه ترسی مزمن ایرانیان، تئوری توطئه و زمینه‌های موفقیت این برنامه‌ها را البته در کوتاه مدت فراهم می‌کرد. پس ما را روشنفکران غیر خودی،
متمایل به مدرنیته را به صورت اشباح و غولانی تصویر می‌کردند که از دولت‌های غربی پول و امتیازات مالی می‌گیریم و جاسوسی می‌کنیم. آنچه می‌گوییم و می‌نویسیم نه باورهایمان که القای جاسوسان غربی است. در این سناریو دیپلمات‌های غربی به ویژه وابسته‌های فرهنگی و مطبوعاتی سفارتخانه‌ها مأموران دستگاه جاسوسی بودند. برنامه هویت در صدد القای آن بود که تهاجم سازمان یافته‌ای علیه اسلام و استقلال و امنیت کشور در دست اجراست و روشنفکران و نویسندگان و دانشگاهیان و روزنامه نویسان با گرفتن پول و امکانات اسب ترایی این تهاجمند. هویت میرفت که زمینه‌های ذهنی را برای سرکوب و قتل روشنفکران ناراضی و منتقد مذهبی و غیر مذهبی آماده کند. در این برنامه فیلمی را که از آقایان سعیدی سیرجانی و غلام حسین میرزا صالح و عزت الله صحابی به زور شکنجه گرفته بودند پخش می‌کردند تا نشان دهند که همه ما جاسوسیم. برنامه هویت گرچه نشان از دور تازه‌ای از سرکوب داشت، اما نشان داد که نظام برخلاف اوایل انقلاب که به برتری مکتب خود و به نفوذ خود در میان مردم باور داشت و جنگ فرهنگی را بیشتر در قالب مباحثه می‌دید، اطمینان به خود از دست داده است و تنها راه را رعب و سرکوب و خفه کردن می‌داند. سردمداران عاقل‌تر حکومت دریافته بودند که سررشته کار از دستشان در رفته است. امام درگذشته بود، جنگ تمام شده بود، اقتصاد در شکسته بود، مردم آسی شده بودند، بیکاری و اعتیاد به ویژه در میانان جوانان بیداد می‌کرد. دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و برنامه‌های او به فقر بیشتر و به فساد نهادینه شده و آشکار منجر شده بود. آقای هاشمی رفسنجانی در توجیه برنامه‌های اقتصادی و خصوصی سازی و نابرابری‌های روزافزون اقتصادی، ارزش‌های خط امام و اسلام مستضعفان را در خطبه‌های نماز جمعه غیر اسلامی معرفی می‌کرد و توده بسیجیان بی‌نصیب از همه چیز روز به روز به نظامی که به آنها خیانت کرده بود بی‌اعتمادتر می‌شدند. اقتدار ترس در ذهن مردم در حال ریختن بود. در برنامه آقای هاشمی رفسنجانی بود که فشارهای اجتماعی را تخفیف دهد و بندهای استبداد سیاسی را محکم‌تر کند. مشروعیت نظام در چشم هواداران صادق آن ریخته بود. مضحکه سردار سازندگی و حکومت مقتدر ملی و مذهبی هم کاری از پیش نمی برد. اجتهاد آقای خامنه‌ای حتی به چشم هواداران ولی فقیه مشروعیت نداشت. رهبر مورد قبول وجود نداشت. تضادهای درونی حکومت تشدید شده بود. نفوذ روشنفکران مذهبی که قرائتی مدرن‌تر و لیبرالتر از اسلام داشتند روز به روز حتی در بدنه ارگان‌های دولتی بیشتر می‌شد. لایه‌ها از حزب الله از فساد نهادینه شده و برنامه‌های نئولیبرالی آقای رفسنجانی سرخورده بودند. مدیران تازه به دوران رسیده و در کنار دولتمردان معمم و مکلا و بهره‌وران اقتصاد سایه و ثروتمندان نوکیسه هر روز فربهتر می‌شدند و پایین رده‌های بسیج و سپاه و حزب الله که در دفاع از اسلام و خط امام و نظام اسلامی جان و جوانی و زندگی در کار کرده بودند، مرگ آرمان‌هایشان را با چشم‌های بغض و خشم و ناتوانی می‌دیدند. از دستاوردهای مالی دوران غارت سازندگی بی‌نصیب مانده بودند. رهبرانشان انقلاب را وانهاده بودند. مرثیه زیبای عروسی خوبان آقای محسن مخملباف و بعدتر مویه‌های زیباتر آژانس شیشه‌ای آقای ابراهیم حاتمیکیا اشک به چشمانشان می آورد، اما دردی دوا نمی کرد. روحانیت در قدرت به اسلام و انقلاب و خط امام و به آنها که سربازان انقلاب بودند خیانت کرده بود. بهشت عدل الهی که قرار بود بر زمین مستقر شود به جهنمی از فقر، تبعیض، فساد، دیکتاتوری و عقب ماندگی منجر شده بود. مقاومت مردم و مبارزه روشنفکران علیه استبداد شدت یافته بود و این همه حکومت را ترسانده بود. محوری برای متحد کردن مردم یا دست کم حزب الله به گرد خود نیاز داشتند. دشمن خارجی؟ جنگ با عراق به پایان رسیده بود و جمهوری توان جنگ دیگر نداشت. اسرائیل دور بود، با اروپا و آمریکا و عربستان در حال معامله بودند. نظام‌های کمونیستی فروپاشیده بودند و چین و روسیه و کره شمالی دوستان حکومت بودند. دشمن داخلی؟ سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون را نابود یا خنثی کرده بودند. پس می‌ماند عوامل غرب، جاسوس‌ها، روشنفکران غرب زده، روشنفکران مستقل و منتقد، طرفداران حقوق بشر و آزادی‌های غربی، دشمنان اسلام عزیز. ترس از فروپاشی و نیاز به گرد کردن مردم یا دست کم لایه‌هایی از حزب الله نیز از دلایلی بود که برنامه هویت و فشارهای پس از آن را سبب ساز شد. اما دلیل و زمینه اصلی همان نظریه تهاجم فرهنگی بود. نظام اسلامی به جاسوسان غرب نیاز داشت، به دشمن، به کسانی که از غرب خط می‌گرفتند تا در ایمان مردم رخنه کنند. پس وزارت اطلاعات تولید جاسوسان را در دستور گذاشت. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی
نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. میهمانی رایزن فرهنگی. از دلایل دستگیری من و 5 نویسنده دیگر در میهمانی وابسته فرهنگی سفارت آلمان، یکی هم تلاش‌های اصحاب تئوری تهاجم فرهنگی بود در تولید جاسوس برای قانع کردن اذهان ساده امت حزب الله. در مصاحبه با مطبوعات خارجی و در نهادهای فرهنگی آنان همواره میگفتم و میگفتیم که چرا غربی‌ها بیشتر و گاه فقط به ادبیات کلاسیک ما توجه دارند و نه به ادبیات معاصر ما. محافل جدی ادبی غرب از معاصران ما در عرصه‌های ادبی جز صادق هدایت تاکنون کسی را چنان که باید جدی نگرفتند. آنچه درباره این یا آن نویسنده معاصر ایرانی نوشته‌اند بیشتر گزارش‌هایی است درباره مبارزه نویسندگان ایرانی علیه سانسور. در این گزارش‌ها به ضرورت مقال به آثار نیز اشاراتی می‌کنند. جایزه‌ها و بورس‌هایی هم که تاکنون به نویسندگان و شاعران معاصر ایرانی تعلق گرفته است از همین دست است. هنوز هیچ یک از معاصران ما جایزه ادبی برای ارزش‌های ادبی کار خود دریافت نکرده است. در این یا آن آنتولوژی و آن و این مجموعه ایران شناسی و شرق شناسی و دانشگاهی نیز کارهایی از معاصران ما چاپ کردند. آثاری نیز از چند نویسنده و شاعر ایرانی به زبان‌های اروپایی ترجمه شده است. اما طیف خوانندگان این گونه آثار نیز به ندرت از حلقه ایران شناسان و شرق شناسان و آکادمیسیان‌ها فراتر رفته است. به ندرت اثری از یک شاعر و نویسنده ایرانی در نشریات جدی ادبی غرب چاپ شده است و به ندرت منتقدان مطرح و جدی غرب مقاله‌ای درباره اثری از معاصران ما نوشتند. تاکنون جز در مورد هدایت به معاصران ما بیشتر و با چند استثناء از منظر حمایت از آزادی بیان نگریستند. دعوت‌ها برای داستانخوانی و شعرخوانی نیز اغلب از همین انگیزه آب می‌خورد. ما در نشست‌ها و با مصاحبه‌ها با غربی‌ها از این برخورد انتقاد می‌کردیم و خواستار ترجمه و توجه جدی به آثار ادبی معاصر ایران بودیم. کار وابسته‌های فرهنگی و مطبوعاتی سفارتخانه‌ها تماس با فرهنگیان کشورهاست برای آشنایی با فرهنگ آنان و نیز شناساندن فرهنگ خود. کاری که سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی با آن بیگانه‌اند. کشورهای دنیا معمولاً کسان آشنا و علاقه‌مند به فرهنگ را به این گونه سمت‌ها می‌گمارند. در سفارت فرانسه وابسته مطبوعاتی مانویل نامی بود آشنا و علاقه‌مند به ادبیات و هنر ایران. فارسی یاد گرفته بود. گرایش چپ داشت و به ادبیات معاصر ایران علاقه‌مند بود. میهمانی‌هایی هم میداد در خانه‌اش یا در سفارت. نامه رسمی می آمد، ما هم می رفتیم. برای دولتی‌ها هم میهمانی‌های دیگری برگزار می‌کرد. آنها هم می رفتند. روزی هوشنگ به من گفت که وابسته فرهنگی جدید سفارت آلمان به خانه او آمده است و خواسته است با گروهی از نویسندگان و منتقدان ادبی دیدار کند و زمینه‌هایی برای ترجمه آثار نویسندگان معاصر ایرانی به آلمانی فراهم آورد. از سفارت آلمان نامه رسمی به آدرس مدعوین فرستاده بودند. دعوتنامه مرا به آدینه فرستاده بودند و من در مرخصی بودم و ندیدم. از سفارت به من زنگ زدند و دعوت به آدرس را تلفنی به من گفتند. من و هوشنگ و سپان قرار گذاشتیم تا با هم برویم. صبح همان روز براهنی به من زنگ زد، گفت که دعوتنامه را دریافت کرده است اما نخواهد آمد. گفت که نامه بدی است. بعدتر که نامه را خواندم دیدم حق با اوست. نوشته بودند که پس از گفتگو با آقای هوشنگ گلشیری می‌خواهند درباره هیئت فرهنگی یا روشنفکری ایران با ما حرف بزنند. به گمان من نحو و نثر نویسنده یا مترجم بد بود. آدرس را هم در نامه غلط نوشته بودند که به مکافات خانه را پیدا کردیم. روشنک داریوش، مترجم، مهری مهرانگیزکار، مقاله نویس و وکیل و فعال امور زنان، سیمین بهبهانی، رضا براهنی و سپان و هوشنگ و من را دعوت کرده بودند. براهنی نیامد. ماندیم ما 6 نفر. براهنی نامه‌ای نوشته بود و گفته بود که دعوت را رد می‌کند. نشسته بودیم دور میز و شام می‌خوردیم و گپ می‌زدیم که در زدند. 5 یا 6 نفر مأمور با لباس شخصی وارد شدند، مجهز به دوربین ویدیویی و تاکیواکی و چه. وابسته فرهنگی سفارت و مترجم رسمی او اعتراض کردند که این خانه مسئولیت دیپلماتیک دارد، به خرجشان نرفت. ما را نشاندند دور میز شام و شروع کردند به فیلم برداری. به شوخی پرسیدم که خوراک برنامه هویت شدیم.
به ما گفتند که از اداره ضد جاسوسی آمدند و این خانه مشکوک به جاسوسی است و مدت هاست که آن را تحت نظر دارند. بعدتر دانستم که دروغ میگویند. حمله به خانه دیپلمات‌ها اگر آدرس خانه در وزارت خارجه ثبت شده باشد، خلاف قوانین بین المللی است. بعدها کسی در سفارت آلمان به من گفت که کارمند ایرانی سفارت فراموش کرده بود که آدرس آن خانه را به وزارت خارجه و پلیس اطلاع دهد. یعنی آن خانه مسئولیت دیپلماتیک نداشت. نمیدانم آلمانی‌های دقیق چگونه ممکن است چنین اشتباهی کرده باشند، آن هم در موقعیتی که روابط ایران و آلمان به دلیل دادگاه برلین میکونوس تیره بود. متن تحریک‌آمیز دعوتنامه آدرس غلط و مسئولیت نداشتن آن خانه و اطلاع ندادن آدرس آن به وزارت خارجه بعدها زمینه‌ای شد برای گمان زنی. سهو عمدی بود اطلاع ندادن آدرس خانه، دامی بود که با ظرافت در راه ما پهن کرده بودند یا تصادفی که از آن بهره گرفتند. من اما تاکنون تاریکی‌های این ماجرا در نیافتم. بعد از فیلم برداری ما را در گوشه‌ای از خانه رو به دیوار نشاندند و گفتند که حق نداریم سرمان را برگردانیم. پس از مدتی کسی آمد و از پشت سر با ما حرف زد. گفت که ما از وزارت اطلاعات هستیم و از مسئولان بخش فرهنگی. با خبر شدیم که اداره ضد جاسوسی شما را در این خانه دستگیر کرده است و آمدیم شما را نجات دهیم که می‌دانیم جاسوس نیستید. ما اصلاح طلبیم و موافق فعالیت‌های معقول روشنفکران و چه و چه و چه و چه. ما را سرزنش کرد که چرا دعوت دیپلمات‌های خارجی را پذیرفتیم. بعدتر دانستیم که این جمله نمایشی است برای پوشاندن قصد نهاییشان. بعد گفتند که باید ما را بازرسی بدنی کنند. جیب‌های ما گشتند و یکی از مامورانشان چیزی گذاشت در جیب هوشنگ و بعد درآورد و گفت تریاک است. بعد ما را به یکی از زندان‌های مخفی وزارت اطلاعات بردند. با چشم‌های بسته و نشاندنمان در سالنی. و کسی سخنرانی کرد که ما شما را در خانه‌ای مشکوک به مقر جاسوسان دستگیر کردیم و پیامی است این. گفت که می توانیم شما را به جرم جاسوسی بازداشت کنیم. داد سخن میداد و از یمین و یسار میزد. سیمین بهبهانی مدام در میان کلامش که سعی می‌کرد جدی و تهدیدآمیز و ترساننده باشد می‌دوید و جمله‌هایی می‌گفت به طنزی ظریف و جدیت آن فضای کافکایی به سخره می‌گرفت. شجاعت او را در آن شب از یاد نمی‌برم. بعد اول هوشنگ و بعد سپان و بعد مرا به اتاقی بردند. چشمهایمان باز کردند و آقایی که خود را هاشمی و مسئول پرونده ما در وزارت اطلاعات معرفی کرد با ما جدا جدا حرف زد. آقای هاشمی از آن پس به کابوس زندگی من و دیگران تبدیل شد. گفت که تو ممنوع الخروج هستی و گفت که تریاک در جیب گلشیری گذاشتیم تا نشان دهیم که چه ها می توانیم کرد. هوشنگ گفت که چند روز بعد با جعبه شیرینی به خانه او رفته بود برای عذرخواهی. به هوشنگ گفته بود که در وزارت اطلاعات همچون همه جای مملکت تضاد است و آنان که شما را بازداشت کردند و تریاک در جیب تو گذاشتند از جناح تندروان بودند و ما که اصلاح طلبیم و صلاح مملکت بهتر می‌دانیم نقشه آنان خنثی کردیم که زندانی کردن شما به زیان ما بود از نظر تبلیغاتی و نیز ضربه می‌زد به روابط ایران و آلمان. بهانه برای بازجویی محترمانه و همان بازی معروف عقاب و کبوتر. تا پاسی از شب با چشمهای بسته اسیرشان بودیم و مستمع مجبور سخن پراکنی کسی که گمان می‌برد کلامی مؤثر دارد و نداشت. بعدها در بازداشت‌ها که بودم 3 یا 4 نفر از بازداشت کنندگان آن شب دیدم که جمله از ماموران آقای هاشمی بودند و از اعضای تیم او. کمی بعد نشریه آلمانی خبر را چاپ کرد و بعد کیهان و کیهان هوایی همراه با چاپ مغلوط خبر تیغ اتهام بر ما کشیدند. و نیز بخشی از نامه براهنی چاپ کردند. در همه دنیا نویسنده و روزنامه نویس با هر کس که خواست ملاقات می کند. ملاقات علنی با وابسته های فرهنگی و مطبوعاتی سفارتخانه ها نیز پدیده جاری است. اما به گمان من با توجه به متن نامه و تیرگی روابط ایران و آلمان در آن زمان و نیز با توجه به آن که اشقیا دنبال بهانه بودند پذیرفتن آن دعوت در آن زمان به صلاح ما نبود. دامی بود که در آن افتادیم. انگیزه اشقیا درست نمی‌دانم. شاید می‌خواستند برای ما پرونده سازی کنند و سفارتخانه‌های خارجی را نیز بترسانند که به مثل از حقوق بشر یا گسترش روابط فرهنگی سخن نگویند. ماجرای دادگاه میکونوس هم بود. می‌خواستند به هر شکلی آقای کاظم دارابی تروریست زندانی خود را با فشار بر آلمان‌ها آزاد کنند.
فیلم میهمانی نیز می توانست به عنوان مدرکی عوام‌پسند در برنامه تلویزیونی هویت پخش شود. تیری با چند نشان. پس از این ماجرا به زمانی که فشارها و آزارها بر من شدت گرفته بود، نامه‌ای کوتاه به فریده که در آلمان بود نوشتم. لای مجله‌ای گذاشتم و با ترفندی فرستادم. ماجرای بازداشتمان باز گفتم و نوشتم که توطئه‌ای علیه نویسندگان در کار است که ما را جاسوس معرفی کرده و زندانی و محاکمه کنند. نامه را فریده پس از دستگیری من در آبان ماه و در آن 47 روز زنده به گوری من در مطبوعات جهان چاپ کرد و از دلایلی شد که ادعای اشقیا را که سرکوهی در آلمان است نپذیرفتم. آقای سعید امامی، حاج آقا حسینی، آقای هاشمی و شرکا. آقای هاشمی را برای اول بار آن شب دیدم که ما را در میهمانی رایزن فرهنگی سفارت آلمان دستگیر کردند. تا قبل از دستگیری شهریور 1375 من و دیگران نه چهره واقعی او که ماسکی را می‌دیدیم که بازی می‌شد. می‌گفت مسئول پرونده ما در وزارت اطلاعات است. برای همه ما چهره‌ای لیبرال و خردورز و اصلاح طلب ساخته بود از خود، یکسره متفاوت با آن شکنجهگر قهاری که من از شهریور ماه به بعد دیدم. می گفت که مقامات بالا در نظام و در وزارت اطلاعات با تندروها و متحجران مخالفند. می گفت که تحلیلگران بالای نظام استلزامات جهان اطلاعات دریافتند و می دانند که سانسور و سرکوب بیفایده است. می گفت که با سنتگرایان مخالف است و خواهان اصلاحات است و بازتر شدن فضا و آشتی و مدارا و تساهل. می گفت که اسلام و مملکت نیازمند رفرم سیاسی است. می گفت آنچه با روشنفکران کرده اند چهره اسلام خراب می کند. به اعتبار نظام و چهره آن در جهان ضربه می زند. بهانه‌های تبلیغاتی به دست دشمن می دهد. بیفایده نیز هست. پیش از شهریور 1375 به من و دیگران می گفت که در میان مقامات بالای نظام و در وزارت اطلاعات نیز دو جناح است. جناحی متحجر و سنتی و غافل از استلزامات زمانه که مرگ و نابودی نویسندگان و روشنفکران و تداوم سانسور و حتی تجدید آن می‌خواهد و به وزارت اطلاعات فشار می‌آورد که مجله‌هایشان آدینه را تعطیل کند و به روزنامه نویسان و نویسندگان غیرخودی اجازه فعالیت ندهد. جناح دیگر با شرایط زمانه آشناست و طرفدار بازتر کردن فضای فرهنگی و سیاسی است و با فعالیت‌های نویسندگان و روزنامه نویسان غیرخودی در چارچوب‌های موافق است و از آن در مقابل جناح دیگر دفاع می‌کند. می گفت ما سپر شما هستیم در مقابل آن جناح تندرو. می گفت اگر اعتدال رعایت کنید و چارچوب‌ها و خط قرمزها محترم بدارید، می توانیم سیاست بازتر کردن فضای سیاسی و فرهنگی را تحقق بخشیم که به نفع شما نیز هست. می دانستیم که دروغ می گوید. حوادث شهریور ماه به بعد به من نشان داد که در جهنم مارهایی است که آدمی از نیش زهراگینشان به آتش سوزان اشتها پناه می برد. و آقای هاشمی از آن مارها بود. شهر پرداز و بازیگر و دروغگوی غریبی بود. در سنجش با برخی از همکارانش که بعدها در زندان دیدم در زمینه نظری بی‌سواد بود و کم اطلاع. شکنجهگر توانایی بود و دستی قوی برای کابل زدن داشت. همو بود که مرا به زندان شکنجه میداد و همو او بود که به هنگام بازجویی و شکنجه کردن مباهات میکرد که از آغاز انقلاب تا اکنون که آنجا بود، از جوانی تا اکنون میان سالی خود همواره با دشمنان اسلام و نظام جنگیده است، اعدامها کرده است، خونها ریخته است، به ضرب کابل اقرارها گرفته است و. گفت که در جنگ‌های کردستان عضو اطلاعات سپاه بوده است، از آنجا به وزارت اطلاعات راه یافته است و بازجوی چپ‌ها بوده است. برخورد او با دو همکار دیگرش در زندان مخفی وزارت اطلاعات و در زندان توحید نشان از آن داشت که چندان بلند مرتبه نیست و اگر هست، شأن و درایت و دانش و مرتبه خود ندارد. درباره گروه‌های چپ اطلاعاتی داشت، به اسلام ایمان داشت و مؤمنی صادق بود. در بازداشت‌های بعدی کسی دیگر نیز دیدم در مرتبه‌ای بلندتر از آقای هاشمی. آن کس مدعی بود که طرح ناپدید گردن مرا در آبان ماه او داده است و آقای هاشمی مجری طرح است. هر دو خود را مأمور در خدمت حاج آقایی می‌دانستند که او را به من حاج آقا حسینی و معاون وزیر اطلاعات و عضو حفاظت اطلاعات دفتر رهبری معرفی می‌کردند. بعدها روزنامه‌ها عکسی از آقای سعید امامی چاپ کردند. عکس همان حاج آقا حسینی را نشان می‌داد، 20 سالی جوانتر از آن هنگام که در 48 روز زنده به گوری به زمانی که قصد کشتن مرا داشتند او را دیده بودم
و در 1 سال بعدی زندان نیز یک بار با چشم‌های بسته با من به عتاب سخن گفته بود. فیلمی ویدیویی هم بعدتر در میان مردم پخش شد از سخنرانی معاون وقت وزیر اطلاعات آقای سعید امامی در دانشگاه همدان. از محتوای راست و دروغ‌هایی که می‌بافد برمی‌آید که تاریخ سخنرانی بین آذر تا دی‌ماه 1375 است. هنوز نامه 14 دی‌ماه من منتشر نشده است و او به هنگام بحث از ماجرای من همان دروغ سفر سرکوهی به آلمان را باز می‌گوید. فیلم نیز همان حاج آقا حسینی را نشان می‌دهد. به هنگامی که هنوز بر اسب قدرت مهمیز می‌زد و تشت رسوایی او از بام عالم نیفتاده بود، این 3 حاج آقا حسینی در رأس و آن 2 زیر دست تیمی را رهبری می‌کردند که دست کم من با 10-20 تایی از آنها سر و کارم افتاد. تیمی که خود را مسئولان بخش فرهنگی وزارت اطلاعات و سربازان گمنام مبارزه با تهاجم فرهنگی و از خواص رهبری می‌دانستند. در میانشان از کابرزن‌های حرفه‌ای بود تا روزنامه‌نویسانی چون آقایان حسن شریعت مداری و حسین شایانفر در کیهان و کاظم انبارلویی در رسالت و نصیری و سلیمی نمین در صبح و کیهان هوایی. روزنامه جمهوری اسلامی و مدیر آن آقای مسیح مهاجری را نیز در بست در اختیار داشتند. از بازیگران چند چهره‌ای چون آقای هاشمی و تحلیلگران و نظریه پردازان پیدا و ناپیدا بود تا شکنجهگران و قاتلان حرفه‌ای دست پایین چون کسی که خود را حاج اصغر آقا می‌نامید و یک چشم شیشه‌ای داشت یا چون راننده اتوبوس مرگ در سفر ارمنستان. از فیلمبردار و صحنه‌آرا و کارگردان مصاحبه‌های اجباری قربانیان بود تا برخی قاضیان دادگاه انقلاب و بازجویان وزارت اطلاعات و بازداشت کنندگان و اعضا تیم‌های عملیاتی و نگهبان‌های زندان‌های مخفی وزارت اطلاعات و توحید و اوین. از کسانی که با ماسک اصلاح طلبان لیبرال و منطقی و آزادیخواه بازی می‌کردند و کارشان بازجویی محترمانه و شکار روشنفکران در هتل‌ها بود، چون کسی که خود را علی آقا می‌نامید، تا دلالان رسانه‌ای که چهره خود در میان منتقدان نظام پنهان می‌کردند و کارشان پخش شایعات، حضور در نشریات مستقل و القای خط و خطوط آنان بود. در 11 سال آدینه و چند سالی کار در جمع مشورتی چه پرده‌ها که ندیدیم و چه حکایت‌ها که نشنیدیم. جمله را در حال اهل درد نوشتم. در هر کاری دست داشتم، از شکنجه و بازداشت و قتل گرفته تا تعقیب و مراقبت و کنترل و شنود تلفنی و تهدید و بازجویی و به مثل به همکاری واداشتن روشنفکرانی که به دام می‌افتادند. از نتایج کار آنها بود که می‌دیدی به مثل سازنده قیصر و گوزنها و دندان مار آقای مسعود کیمیایی فیلم‌های ضیافت و تجارت و سلطان می‌سازد و قهرمانان شورشی فیلم‌های او جای خود را به ماموران وزارت اطلاعات می‌دهند که چپ‌ها و روشنفکران گمراه و مهاجران سیاسی را به دامان اسلام ناب محمدی برمیگردانند. در هدایت فیلم تهیه کننده فیلم‌های اینچنینی آقای مسعود کیمیایی کار به جایی کشید که نام آقای سعید امامی در تیتراژ فیلم سلطان به عنوان تهیه کننده ذکر شد. برنامه هویت، مصاحبه‌های اجباری، بیشتر شایعات در داخل و به ویژه در خارج از کشور و بیشتر حذف‌های فیزیکی و فرهنگی نیز حاصل کار آنها بود که در حوزه معاونت امنیتی وزیر با مجوز آگاهی آقای علی فلاحیان وزیر وقت وزارت اطلاعات با جان و آبروی مردم و امنیت آنها بازی می‌کردند. بخش خارج از کشور وزارت اطلاعات با ماسک اصلاح طلبی و در پوشش دفتر رئیس جمهور با برخی از چهره‌های فعال سیاسی خارج از کشور در تماس بود. بعد از ترور آقای صادق شرفکندی گوشه‌هایی از این تماس‌ها در دادگاه برلین و در برخی مطبوعات افشا شد. به دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، وزارت اطلاعات از موجی که در میان برخی افراد و سازمان‌های سیاسی خارج از کشور به حمایت از اصلاحات او برخاسته بود بهره‌ها گرفت و به مثل دیدیم که قاسملو را به بهانه مذاکره به دام کشاندند و در اسناد دادگاه برلین خواندیم که ارتباطشان با برخی از فعالان سیاسی خارج کشور تا چه حد گسترده بود. شکار و سرکوب و قتل و شکنجه روشنفکران ناراضی تخصص اصلی معاونت امنیت و بخش فرهنگی وزارت اطلاعات بود. تیمی برخوردار از امکانات وزارت اطلاعات چون شنود تلفنی و تیم‌های تعقیب و مراقبت و دیگر وزارتخانه‌های مملکت و بهره‌مند از پشتیبانی رسانه‌هایی چون رادیو و تلویزیون و نشریات وابسته. مدیران کل مطبوعات داخلی و خارجی و رئیس اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد را نیز از میان اعضای این تیم انتخاب می‌کردند. اکنون آنها را معدودی تاقی و محفلی خودسر می‌خوانند که به رأی خود تنها 4 نفر را
پروانه و داریوش فروهر و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به قتل رساندند و به روی مبارک خود نمی آورند قتل‌های دیگر را، به مثل قتل دکتر کاظم سامی، احمد میرعلایی، غفار حسینی، پیروز فقهایی، دبانی و توطئه روبودن و کشتن من و تا ذهنها از عقاید آنان بگردانند و همفکرانشان از قتل‌ها تبرئه کنند. افسانه‌ها می‌بافند و آنان را معدودی بی ایمان و از نظر اخلاقی فاسد معرفی می‌کنند. تا دلیل و انگیزه اصلی آنان که همان اعتقاداتشان بود بپوشانند و نظام را تبرئه کنند. آقای هاشمی در بیشتر برنامه‌هایی که علیه ما نویسندگان و روزنامه‌نویسان و اعضای جمع مشورتی طرح و اجرا کردند، حضوری فعال داشت. آقای هاشمی و حاج آقا حسینی، آقای سعید امامی را افرادی مؤمن به اسلام و نظام و با معیارهای اسلامی با تقوا یافتم و چون همه باورمندان به ایدئولوژی‌های مطلق نگر، جلاد و بیرحم. کسی را که خود را معاون حاج آقا حسینی و رئیس آقای هاشمی معرفی می‌کرد، آدمی یافتم بی‌اعتقاد و برده قدرت. هر کی را که در هر زمینه‌ای موفق بود دشمن می‌داشت و تحقیر می‌کرد. به شیوه تازه به دوران رسیده‌های بی‌فرهنگ لباس می‌پوشید و رفتاری را تقلید می‌کرد که فیلم‌های هالیوودی و سریال‌های کلیشه‌ای می‌گفتند رفتار مدیران CIA است. شکسته شدن آدم‌ها نشأه‌اش می‌کرد. آقای هاشمی به کار خود مؤمن بود. نماز خواندن او در زندان توحید دیدم که در میان کابل زدن به من نماز ظهر را اقامه بست و هنگامی که فریضه می‌گذاشت می‌لرزید و می‌گریست. مهارتی شگرف داشت در کابل زدن به قربانی، به ویژه به هنگامی که قربانی را از دستها آویزان می‌کرد. بلوف بسیار می‌زد و پرحرف بود. کم ظرفیت بود و بیشتر به یک سرتیم عملیاتی شباهت می‌برد. با حاج آقا حسینی باز خواهم گشت به زمانی که به روایت دستگیری‌های بعدی خود برسم. avogaboo.com اتوبوس مرگ ارمنستان. دعوت به سفر ارمنستان را منصور کوشان به ما گفت. به ظاهر کسی از ایرانیان ارمنی از ارمنستان آمده بود و به آقای فریدون صدیقی که در شمال با آقای محمد تقی صالح‌پور و دیگران در انتشار جنگ ادبی محلی همکاری داشت گفته بود که کانون نویسندگان ارمنستان می‌خواهد چند نویسنده و روزنامه‌نویس ایرانی را برای دیدار از ارمنستان و گفتگوی فرهنگی، شعر و داستانخوانی و سخنرانی دعوت کند. او هم به منصور گفته بود و منصور هم به ما گفت. من یک بار با آن هموطن ارمنی و آقای صدیقی در دفتر منصور دیدار کردم تا چند و چون سفر بپرسم. منصور از جمع مشورتی و آنها از میان روزنامه نویسان عده‌ای برگزیده بودند. دیدم بد نیست. گفتند کانون نویسندگان ارمنستان بودجه ندارند و کشور به بحران اقتصادی دچار است. و چه پس با اتوبوس برویم. ماجرا را منصور در جلسه جمع مشورتی مطرح کرد. سفر رفتن افراد ارتباط مستقیمی با جمع مشورتی نداشت. اما عادت کرده بودیم که همه چیز را برای بهره‌گیری از خرد جمعی در جمع مطرح کنیم. یادم هست که غفار مخالفت کرد و گفت که این سفر میتواند دام باشد و یا وزارت اطلاعات از موقعیت بهره گیرد و اتوبوس را به دره پرت کند. حرفش را جدی نگرفتیم و گذاشتیم به حساب تئوری توطئه و بدبینی. موشنگ مصر به سفر بود. به من گفت که به سفارت ارمنستان رفته است و با کسی در آنجا ملاقات کرده است و اطمینان دارد که سفر رسمی و درستی است. براهیمی گفت که به این سفر نمی آید، چرا که در آن زمان بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان جنگ بود و او نگران بود که فرهنگیان آذربایجانی سفر را تایید ارمنستان تلقی کنند. در مجموع جمع مشورتی سفر را مثبت ارزیابی کرد. سفر را منصور هماهنگ می‌کرد با آقای صدیقی و آن هموطن ارمنی. ما با منصور در تماس بودیم. جلسه‌ای برگزار شد در خانه منصور با حضور برخی از ما که می‌خواستیم به سفر برویم. تعداد مدعوین زیاد بود. برخی از روزنامه‌نویسان دولتی از روزنامه‌های همشهری و اطلاعات و دکتر سردبیر وقت روزنامه ابرار نیز دعوت شده بودند. و برخی روزنامه‌نویسان مستقل چون سیروس علی‌نژاد، آقایان مسعود بهنور و شاهرخ توسیرکانی سردبیر دنیای سخن نیز دعوت شده بودند. گفتند
ارمنی‌ها می‌خواهند با دعوت روزنامه نویسانی که در روزنامه‌های بزرگ به رسمی کار می‌کنند، پوشش خبری برای سفر تهیه کنند. حضور روزنامه‌نگاران روزنامه‌های دولتی برای من شد نشانه‌ای از سلامت سفر. با خودم گفتم که اگر قرار بود اتفاق بدی رخ دهد، اینها به این سفر نمی‌آمدند. ساده‌لوحانه بود. میشد تصور کرد که برای جلب اعتماد ما و به دام مرگ کشاندن دست کم 20 عضو جمع مشورتی چندتایی را قربانی کنند. قرار شد سپان و هوشنگ و محمد دولت‌آبادی و من از سخنرانان باشیم. شاملو را هم دعوت کرده بودند که با توجه به وضع جسمیش قرار بود با هواپیما سفر کند. هر کدام پولی هم دادیم به منصور که برای نویسندگان ارمنی و کانون آنها کتاب‌هایی به عنوان هدیه از سوی جمع بخرد. پاسپورت‌های ما را منصور گرفت و داد برای ویزا. همه چیز مرتب بود. قرار بود با اتوبوس‌های شرکت سیر و سفر وابسته به شهرداری تهران برویم. ترمینال اتوبوس‌های این شرکت در پارکینگ بیهقی حرکت می‌کردند. قرار را برای ساعت 4 گذاشتم. منصور دقیق‌تر می‌داند، اما به گمان من قرار بود بیش از 35 نفر به آن سفر برویم. 1-2 ساعتی مانده به سفر منشی منصور به من زنگ زد و گفت که شرکت حمل و نقل را تغییر دادند و به جای پارکینگ بیهقی باید به پارکینگ غرب برویم. کمی ناراحت شدم که اتوبوس‌های شرکت سیر و سفر بهتر بود. بعد کسانی عزم سفر شکستند. آقای محمود دولت‌آبادی گفته بود به سفر نمی آید. دلیلش حالا یادم نیست. هوشنگ همان روز سفر به من زنگ زد که نمی تواند به سفر بیاید. گفت یکی از خویشان فرزانه طاهری همسر هوشنگ مریض شده است و او باید به شمال برود. پیش از آن آقای مسعود بهنود زنگ زد و گفت که در اداره گذرنامه به او گفتند که ممنوع الخروج است و او نباید به سفر برود. اعتراض کرده بود و گفته بود که تازه از سفر خارج آمده است و ممنوع الخروج نیست. اداره گذرنامه در اختیار وزارت اطلاعات بود. آقای بهنود به من گفت که با آقای مهاجرانی مشاور رئیس جمهور که با او در ارتباط بود تماس گرفته است و او گفته است مانعی نیست و کار گذرنامه را درست می‌کند. تمام راه آقای مسعود بهنود در انتظار راننده اش بود تا پاسپورت او را بیاورد. تاکسی گرفتم و رفتم دنبال سپان که خانه اش نزدیک خانه ما بود که با هم برویم. سپان میهمان داشت و به گمانم نیم ساعتی دیرتر از خانه او حرکت کردیم. سپان و من به پارکینگ غرب رفتیم. از اتوبوس خبری نبود. برای یافتن اتوبوس از دفترهای شرکت‌های ترمینال غرب پرسیدیم که اتوبوسی که به ارمنستان می‌رود کجاست. همه به ما گفتند که از ترمینال غرب هیچ اتوبوسی به ارمنستان نمی‌رود. دو به شک شدیم که بچه‌ها را دیدیم. اتوبوس در گوشه‌ای پرت از پارکینگ منتظر بود. دیدم که بیشتر کسان نیامده‌اند. از روزنامه‌های بزرگ و رسمی هیچ کس نیامده بود. از روزنامه‌نویسان مستقل سیروس علی نژاد آمده بود. درست چند دقیقه‌ای به حرکت پای اتوبوس آقای شاهرخ توسیرکانی گفت که خانمش تصادف کرده است و در بیمارستان است و او باید برود. آقای محمد بهارلو هم با او رفت. به ما هم نگفت چرا. ماندیم ما. به تقریب 17 نفر از بچه‌های جمع مشورتی سیروس علی نژاد و آقای فریدون صدیقی و آقای مسعود بهنود که به رغم آن که در اداره گذرنامه به او گفته بودند که حق سفر ندارد آمده بود. میزبان ارمنی با ما نبود. راه افتادیم. گفتند اول به رشت می رویم تا نصرت رحمانی و محمد تقی صالحپور را برداریم. راننده از همان اول شتاب داشت. چند بار اعتراض کردیم. افاقه نکرد. مضطرب بود و رفتار عادی نداشت. فکر کردیم که معتاد است. به رشت رسیدیم. نصرت رحمانی حال خوشی نداشت. با او حرف زدیم که از سفر بگذرد. از مریضی او می ترسیدیم. قبول کرد. آقای صالحپور نیامده بود و آقای کاوه گوهرین هم در همان رشت اعلام کرد که نمی آید و از اتوبوس پیاده شد. راه افتادیم به سوی اردبیل و آستارا. در تمام مسیر اتومبیل شخصی بنز یا BMW جلوی ما بود و از اتوبوس جدا نمی شد. لطیفه ها ساختیم و خندیدیم. در راه راننده حتی حاضر نبود برای توالت رفتن ما توقف کند. بعدها حدس زدم که او باید مثلا ساعت 2 یا 3 بعد از نیمه شب به گردنه می رسید که جاده کاملا خلوت بود و برای مأموریت او مناسب. من و سپان دیر رفته بودیم و راننده از برنامه عقب بود. در آستارا به اصرار ما نیم ساعتی توقف کرد. چای نوشیدیم و راه افتادیم. رسیده بودیم به گردنه حیران.
نیمه خواب بودم که سر و صدا بیدارم کرد. چشم که باز کردم دیدم راننده در حالی که کیف بغلی خود زیر بغل دارد در جهت عکس اتوبوس می‌دود و اتوبوس ما سر در دره معلق است. گیج و مضطرب و ترسان بودیم. هر کسی چیزی میگفت. یکی گفت که راننده را خواب برده است و یکی میگفت که بیدار بوده و به عمد چنین کرده. من پنداشتم که راننده را دمی خستگی و نشعه مواد از هوشیاری به در برده است. راننده سوار شد. نشست پشت فرمان و اتوبوس را به جاده کشاند. حالا در بخش آسفالته جاده بودیم و همه بیدار. دیدیم که راننده برای بار دوم اتوبوس را پرگاز به سوی دره راند. اتوبوس از خاکریز کنار جاده گذشت و راننده که کیف بغلیش را برداشت و از در سمت راننده پرید بیرون. باز اتوبوس سر در دره معلق ماند. بهت و حیرت بود و ناباوری. یاد حرفهای غفار افتادم. تک تک و با احتیاط از همون درب راننده از اتوبوس پریدیم بیرون. گرگومیش بود. نیمی از اتوبوس در دره معلق بود. هوا که روشن شد دیدم که سنگ بزرگی صخره‌وار جان ما نجات داده است. میلگاردن اتوبوس به سنگ بزرگی که در کناری دره استوار بود گیر کرده بود. ترسان کنار جاده ایستادیم. بالاتر دکه‌ای بود از همان دکه‌های کنار جاده. جوانی بود که نان و عسل می‌فروخت. نان خریدیم و عسل. گفت که چند دقیقه پیش از ما اتومبیلی بنز یا BMW در آن محل توقف کرده است و سرنشینان آن پایین آمدند و با نور چراغ‌ها به اتوبوس علامت دادند. سر و صدای سرنشینان آن اتومبیل او را که شبها همانجا کنار بساط خود می‌خوابید بیدار کرده بود. راننده ما کمی جلوتر دور از ما نشسته بود. قبراق بود اما اندک غمگین. سپان بود که گمانم با او دعوا کرد که چرا می‌خواستی ما را بکشی و پاسخ او اگر درست یادم باشد این بود که اگر زیاد حرف بزنید همه شما را همینجا خواهیم کشت یا چیزی از این قبیل. بعد هم در تاریکی گم شد. ابعاد تازه‌ای از خشونت کشف می‌کردیم. جاده کم کم شلوغ می‌شد. به اتومبیلی گفتم که به پلیس راه خبر دهد. بعد همان بنز یا BMW آمد. کمی دورتر از ما توقف کرد و 2 نفر از آن پیاده شدند. با واکی تاکی هایشان تماس می‌گرفتند با جایی انگار گزارش می‌دادند. حالا ترس ما از ادامه برنامه بود. اکنون شاهدان زندگی جنایت آنان بودیم. می‌دانستیم که شاهدان را زنده نمی‌گذارند. مدتی در اضطراب گذشت. یکی از سرنشینان بنز یا BMW من و سپان را به نام صدا کرد. رفتیم جلو. مردی بود با یک چشم شیشه‌ای که در بازداشت‌های بعدی دانستم که عضو تیم آقای هاشمی است و او را حاج اصغرآقا می‌خوانند. دست‌های سنگینی داشت و در مشت زدن ماهر بود. دقیق بود و به حساس‌ترین جاهای بدن می‌زد. یک بار به هنگامی که مرا می‌زد گفت که یک چشم خود را در جنگ از دست داده است. از صدا می‌شد فهمید که در آن شب میهمانی سفارت هم حضور داشته است. مرد چشم شیشه‌ای به تاکیواکی خود نگاه کرد و به من و سپان گفت که شما هاشمی را در آن شب دیده اید و می‌دانید که مسئول پرونده شماست. اکنون اون دستور داده است که همه شما همینجا بمانید تا او بیاید. کنار دکه عسلی در انتظار بودیم و آن 2 نفر کمی دورتر از ما. پلیس را هم آمد. گروهبانی خوشمشرب بود با 1-2 تا مأمور. اطلاعاتی ها می‌خواستند حضور خود را پنهان کنند. از راننده به پلیس را شکایت بردیم که می‌خواسته است ما را به دره پرتاب کند. راننده هم پیدا شده بود کنار مأموران اطلاعات. مأموران پلیس راه وضع را مشکوک دیدند. گفتند که راه ارمنستان از این سو نیست و این راه که آمده اید راه ترکیه است. ترکیب ما، رفتار راننده و حضور اتومبیل بنز یا BMW آنها را مشکوک‌تر کرده بود. بعد از مدتی مینیبوسی هم آمد به رانندگی مردی کوتاه‌قد و مفرفری و کمی چاق و خپل. خود را مسافرکش معرفی کرد و بعدها در زندان مخفی وزارت اطلاعات او را هم دیدم که نگهبانی می‌داد. گفت که می‌تواند ما را ببرد. اصرار هم کرد. نپذیرفتیم. ساعتی گذشت. پلیس را گفت که باید ما را به پاسگاه ببرند که نوک قله بود. بردند. در پاسگاه رفتار پلیس راه عادی بود. شکایت کتبی کردیم. راننده را در اتاقی نگه داشته بودند. ساعتها منتظر شدیم تا سرانجام دیدیم که آقای هاشمی و 1-2 نفر دیگر آمدند. از حرفایی که گهگاه و جسته گریخته از پنجره باز اتاق رئیس پاسگاه به گوشمان می‌خورد، دانستیم که آقای هاشمی می‌خواهد ما را تحویل بگیرد و پلیس راه تحویل نمی‌دهد.
سرانجام از تهران از وزارت کشور به پلیس راه دستور دادند که ما را به اطلاعات تحویل دهند. افسر پلیس گفت ما را سوار همان اتوبوس کردند. در راه آقای هاشمی به من و جواد مجاوی و چند نفر دیگر گفت که می‌خواستند شما را بکشند. پس آمدم تا داستان را جمع کنم و بدانم که موضوع چیست. گفت که یا خودتان این صحنه را با تبانی راننده راه انداختید تا علیه ما تبلیغ کنید، یا همان جناحی از حکومت که با سیاست‌های وزارت اطلاعات در زمینه باز کردن فضا برای روشنفکران مخالف است این برنامه را طراحی و اجرا کرده است، یا داشناکسیون ارمنی‌ها. ما نیز وانمود می‌کردیم که حرفای او می‌پذیریم و به وزارت اطلاعات شک نداریم. نمایش دو طرفه. می‌دانستیم که از انعکاس خبر می‌ترسند و نگرانند که ما چه خواهیم گفت. از ترس آنها هم می‌ترسیدیم که مبادا ترس از افشاگری ما به قتل تحریکشان کند. پس بهتر که تا تهران بازی کنیم. نمیدانم بازی ما بر آنها اثر کرد یا نه، اما چند نفری از ما بازی هاشمی باور کردند. خانمی نویسنده بعدها هر جا رفته بود از آقای هاشمی به عنوان انسانی لیبرال و فرشته خون نام برده بود. ما را به اطلاعات آستارا بردند و در اتاق زندانی کردند. راننده ما هم اول در همان اتاق بود. راحت خوابید یا وانمود کرد که خوابیده است. نیمه‌های شب یک بار که به توالت رفتم، او بود که در را باز کرد. کلیددار اتاق ما بود. شبانه از ما بازجویی کتبی هم کردند. در میانه بازجویی‌های نمایشی منصور را از اتاق بردند و آقای هاشمی به او گفت که در اتوبوس تریاک و دلار کشف کردند. ذهن همه ما معطوف شد به این داستان. شاید داستانی انحرافی بود. شب را در همان اطلاعات آستارا زندانی بودیم و صبح گفتند که باید به تهران برگردید. یکی دو نفر می‌خواستند سفر ادامه دهند که گفتند هیچ کس حق ندارد به سفر برود و در مرز شما را دستگیر خواهند کرد. تعهد گرفتند که از ماجرا هیچ چیز به هیچ کس نگویید. به تهران بازگشتیم. به خانه هوشنگ رفتم و ماجرا گفتم با جزئیات. فرزانه هم بود. یکی از آشنایان هوشنگ هم سرزده آمد. مهندس بود و سرمایه‌دار و صاحب شرکتی فعال در کار واردات. سابقه زندانی شدن هم داشت به دلیل همکاری با فدائیان اکثریت. علاقه بسیار نشان میداد به فعالیت‌های مطبوعاتی و جمع مشورتی و ادب و هنر. به یکی دو تا از بچه‌های روشنفکر در شرکت خود کار داده بود. او را یک بار در آلمان هم دیده بودم که با چند تا از بچه‌های سیاسی برلین رفت و آمد داشت. بعدها در بازجویی‌ها دیدم که جمله به جمله حرفای آن روز من و هوشنگ را دارند. حرفای برلین را هم. به احتمال آن دوستنما مأمورشان بود. بعدها هوشنگ هم به نشانه‌های دیگر که خود دیده بود این تایید کرد. به کسانی دیگر هم که اعتماد داشتم حکایت گفتم، اما نزد اطلاعات بازی من نمیدانم ادامه میدادم. آنها نیز میخواستند حادثه را در ذهن ما مغلوب کنند. آقای هاشمی به من تلفن کرد و گفت که اگر تکلیف تریاکا روشن نشود همه شما دادگاهی خواهید شد. گفت که قوای انتظامی اتوبوس را توقیف کرده است و گفت که تریاکا مال آقای فریدون صدیقی بوده است. میدانستم که تریاک و دلاری در کار نبوده است. به آقای صدیقی در رشت تلفن کردم و او مبهم جواب داد. اصرار کردم که او را ببینم. او و آن هموطن ارمنی از آغاز در جریان بودند و برنامه‌ها را تنظیم می‌کردند. اطلاعات آنها می‌توانست گره‌گشا باشد که وزارت اطلاعات از کی و چگونه مدیریت این سفر را در دست گرفت تا سفر فرهنگی را به سفر مرگ بدل کند. به مثل چه شد که شرکت اتوبوس و ترمینال را تغییر دادم. آن اتوبوس و آن راننده را که برگزیده بود و. آقای صدیقی تن به دیدار نداد. آن هموطن ارمنی را نیز نمی‌شناختم. به کمک فامیلی که راننده ترمینال بود پرسجو کردم. از ترمینال غرب هیچ اتوبوسی به ارمنستان نمی‌رفت و اتوبوس ما در دفتر هیچ ترمینالی ثبت نشده بود. دعوت واقعی بود. برای ما ویزا صادر شده بود و هوشنگ به سفارت ارمنستان رفته بود و پرسیده بود. جایی از آغاز در ارمنستان یا در میانه برنامه وزارت اطلاعات به یاری عواملش کار در دست گرفته بود. کسانی را که قصد کشتنشان نداشتند به شیوه‌ها و دلایل گوناگون از سفر باز داشته بودند. از آنان گروهی ری به کفش دارند و سخن نخواهند گفت، اما آنان که حسابشان پاک است اگر ماجرای نیامدن خود بگویند شاید گوشه‌ای از ماجرا روشن کنند.
جان به سلامت بردیم، اما آشکار بود که دیگر تحملمان نمی‌کنند. نکردند. این بار به جلسه جمع مشورتی هجوم آوردند. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. هجوم به جلسه جمع مشورتی. 18 شهریور ماه 1375 در خانه منصور کوشان جلسه جمع مشورتی داشتیم تا پیشنویس منشور جدید کانون نویسندگان را که حاصل چند سال کار ما بود امضا کنیم. ترس بود و تهدید و نگرانی. طرح اعدام دست جمعی ما در سفر ارمنستان ناکام مانده بود و هنوز نمی‌دانستیم که با ما 6 نفر که در میهمانی رایزن فرهنگی سفارت آلمان دستگیر شده بودیم چه خواهند کرد. حلقه محاصره تنگتر شده بود. مدام ما را تعقیب می‌کردند. ابایی هم نداشتند که بدانیم که تعقیب می‌شویم. تعقیب آشکار. صید از راه‌های خرد کردن قربانی پیش از دستگیری است. چتر مرگ بر سرمان بود. چند روزی پیش از جلسه خانه منصور جلسه‌ای بود در خانه هوشنگ. محمد مختاری به من زنگ می‌زند و می‌گوید که او و محمد علی محمد و براهنی به آن جلسه نمی‌آیند. می‌گوید صلاح نیست تو هم بروی و بهتر است جلسه تعطیل شود که احتمال خطر هست. می‌گوید به هوشنگ هم زنگ بزن. طرح کشتار در سفر ارمنستان و ماجرای دستگیری ما در آن میهمانی نگرانشان کرده است. زنگ میزنم به هوشنگ. میگوید که جلسه را نمیتواند تعطیل کند. من به جلسه میروم. اطراف خانه هوشنگ در اکباتان پر است از اتومبیل‌های سرگردان و افرادی با قیافه مأموران. در جلسه میگویم که خانه در محاصره است و احتمال این هست که حمله کنند. پیام دوستان هم مطرح میکنم. پیشنهاد میکنم که جلسه را عقب بیاندازیم و تک تک خارج شویم. دیگران نیز وضعیت مشکوک دیدند. پیشنهاد قبول میشود. قرار جلسه بعدی را در خانه منصور میگذاریم. آن روز اطراف خانه منصور هم همان اتومبیل ها و همان قیافه ها را می بینم. دیگران هم دیده اند. حدس می زنیم که هجوم خواهند آورد. فقط 14 نفر آمده اند. مجال بیرحمانه اندک بود اما واقعه نامنتظر نبود. کار نوشتن منشور پس از چند سال تمام شده بود. هوشنگ گفته بود که می خواهد درباره مقدمه آن همان مسئله استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث کند و هنوز پیشنهاد حذف واژه اندیشه را دارد. اما دیگر چندان مصر نیست. رضا می دهد که کار به این و آن بحث عقب نیفتد. همه می خواهیم هرچه زودتر منشور را امضا کنیم تا مرحله‌ای از کار فعال کردن کانون نویسندگان پشت سر بگذاریم. پس از بحثی کوتاه 14 نفر که هستیم منشور را امضا می کنیم. کامران جمالی پس از امضا می رود و ما می مانیم و جلسه را ادامه می دهیم. به سرانجام متنی از خود به یادگار نهاده ایم. اگر نقش زدنی در کار باشد، نقشی زده ایم بر زمانه دشمنخوی فرهادکش. نامه براهنی درباره میهمانی رایزن فرهنگی سفارت آلمان که در نشریاتی چون کیهان هوایی چاپ شده است، هوشنگ را آزرده است. براهنی نیز رفتن به میهمانی را نادرست می‌داند و انتقادهایی به ما دارد. بحث درباره ماجرای میهمانی خانه وابسته فرهنگی سفارت آلمان آغاز می‌شود که در می‌زنند. افسری با لباس رسمی قوای انتظامی پشت در است و به صاحب خانه منصور میگوید که همسایه‌ها شکایت کردند و همه شما بازداشت هستید. همه ما به جز آقای محمد بهارلو را
با اتومبیل‌های قوای انتظامی به محلی در نزدیکی پارک بازی میبرند. آقای بهارلو بعدها گفت که جایی در خانه منصور پنهان شده بود. شب است و هوا تاریک، جایی خلوت و پردرخت ما را پیاده می‌کنند. انتظار و وهم مرگ پس از سفر ارمنستان با ماست. در شب درختها هم گاهی غول‌های وحشتند. پس از چندی اتومبیل‌های دیگری می‌آیند. با سرنشینانی دیگر و با لباس شخصی ما را تحویل می‌گیرند و چشم بسته به محلی در همان نزدیکی‌ها می‌برند و از ما بازجویی می‌کنند. در جمع مشورتی کانون از اول قرارمان بود که هیچ فعالیت و حرف و سخن مخفی نداشته باشیم. هدف ما تحقق فعالیت علنی کانون بود به عنوان نهاد صنفی نویسندگان ایران و نه تشکیل جمعی سیاسی یا انجمنی مخفی. در تمام جلسه ها صورت جلسه تهیه می کردیم تا همه چیز علنی باشد. آن شب از من هم بازجویی مختصری می کنند، از دیگران هم. چشمهای ما بسته است، صدای هیچ کدامشان برای من آشنا نیست. میپرسند که چه میکردید در آن خانه؟ چون دیگران میگویم جلسه جمع مشورتی بود. میپرسند و به اعتاب چرا منشوری را امضا کردی که در آن ذکری از قانون اساسی و جمله‌ای که نشان از اعتقاد به مبانی نظام داشته باشد در آن نیست. میگویم آنچه امضا شد منشور نهادی صنفی است، نه مرامنامه این یا آن گروه سیاسی و عقیدتی. وجوه اشتراک همه نویسندگان را بیان می کند و نه عقاید و آرای آنان را که متفاوت است. ما را با عقاید کسان کار نیست که نهادی سیاسی یا ایدئولوژیک نیستیم. یکی از آنها می گوید تا کنون جلسه های شما را تحمل کردیم، اما از این پس حق تشکیل جلسه ندارید. اگر جلسه ای تشکیل دهید همچون گروهک‌های معاند و به عنوان اقدام کنندگان علیه امنیت ملی با شما برخورد خواهد شد. بعد ما را با همان چشم‌های بسته در چند اتومبیل جای می‌دهند و پس از مسافتی چشم‌های ما می‌گشایند و به درب خانه منصور می‌برند و رها می‌کنند. به سوی خانه‌های خود می‌رویم. پاسی از نیمه شب گذشته است. منشور امضا شده است و تهران در شب زیبا است و گرم. بعدها منصور کوشان به من گفت که در شب حمله به خانه او در بازجویی از او صورت جلسه های جمع مشورتی را می‌خواهند و او را به خانه اش می‌برند تا صورت جلسه ها را بردارند. اسناد و صورت جلسه ها در آن زمان نزد هوشنگ بود. منصور میگوید که نمیتواند آنها را پیدا کند. به محل بازداشت برگردانده می شود و آنجا هوشنگ به او میگوید که زونکن صورت جلسه ها را در کجای خانه گذاشته است. دوباره منصور را به خانه میبرند و صورت جلسه ها را بر می دارند. این روایت از هوشنگ پرسیدم، تأیید کرد. آخرین رشته های دام تنیده شده بود. فضا و برخورد اشقیا نشان میداد که کار تمام است و ما را دیگر تحمل نخواهند کرد. تیغه تیز مرگ بر گردن و سینه احساس می کردیم. ممنوع الخروج بودم و راه پس و پیش نداشتم. می دانستم که می آیند. آمدند. دستگیری شهریور 22 شهریور سه‌شنبه روزی بود. بین 4 تا 5 عصر. از دفتر آدینه به خانه می رفتم. در خیابانی فرعی نزدیک دفتر مجله 2 یا 3 اتومبیل بنز و تویوتا به شیوه فیلم‌های اکشن پیچیدن جلوی رنوی کهنه من و راه مرا سد کردند. چند سرنشین مجهز به واکی‌تاکی و سلاح کمری پیاده شدند و هجوم آوردند به من که حیران و مضطرب به صحنه می‌نگریستم که به سکانس‌های فیلم‌های پلیسی شباهت می‌برد. پشت فرمان منتظر نشسته بودم
که یکیشان دست به اسلحه کمری به سوی من آمد و گفت: حاج آقا هاشمی با شما کار دارد، باید با ما بیایی. باور نکردم که به معمول ما را با تلفن احضار می‌کردند و ما می‌رفتیم و نیازی به این کارها نبود. مرا در یکی از اتومبیل‌ها نشاندند. یکی از آنها سوئیچ ماشین مرا گرفت. چشمم باز بود، دیدم که رنوی مرا نیز به بازداشتگاه می‌آورند. گیج شده بودم. اگر ماموران وزارت اطلاعات بودند چرا به این شیوه عمل می‌کردند؟ زنگ می‌زدند مثل همیشه و احضار می‌کردند. اسلحه چرا؟ من که مسلح نبودم و به هنگام بازداشت مقاومت نمی‌کردم. به چه دردی می‌خورد رنوی 58 ارزان قیمت من؟ در راه جایی در خیابان پاسداران نزدیک دروس چشمهایم بستند و به جایی بردند که بعد دانستم از زندانهای مخفی وزارت اطلاعات است. مرا پیاده کردند و به اتاقی بردند و چشمهایم باز کردند. آقای هاشمی آنجا بود و بدون حرف و سخن باران مشت و لگد آغاز کرد. دهانم با پارچه ای بست تا نتوانم فریاد بزنم. بعد با کابل کلفتی بر پشت و پا شکنجه ادامه داد. ماسک اصلاح طلبی و خردگرایی دریده شد و دیوی جلاد سر برآورد. چند ساعتی شکنجه شدم. نمی گفت که چه می خواهد و نمی دانستم که چگونه می توان از شکنجه‌ای که توان فرسا و فراتر از تحمل من بود رها شد. بعد مرا بر یک صندلی نشاند و یکی از زونکنهای حاوی صورت جلسه های کانون به من نشان داد. گفت آنچه که در جلسه کانون گفته ای، مواضع و فعالیت هایی که در جمع مشورتی داشته ای، روال و موقعیت تو در آدینه، مخالفت تو با ذکر قانون اساسی در مقدمه منشور، با فشاری تو بر دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی حصر و استثناء که با قانون اساسی و قانون مطبوعات مغایر است، شهرت تو و مواضع سیاسیت سرت به باد داده است. چنان خشن بود که بازجویی‌های ساواک شاه و بازجویی‌های قبلی اطلاعات در سنجش نرم خویی می‌نمود. رفتار و گفتار و کردارش نمی‌فهمیدم. چرا چنین می‌کردند و چه هدفی داشتند؟ پس از چند پرسش و پاسخ درباره مواضع من، بار دیگر دهانم بست و شکنجه ادامه داد. از من کلید خانه ام خواست و جای سند اتومبیل را دادم و گفتم. گیج‌تر شدم. روز بعد مرا مجبور کرد سندی امضا کنم که به موجب آن اتومبیل رنوی خود را به تاریخ چند روز پیش به کسی فروختم. نام خریدار را نگذاشت ببینم. دوباره چشمهایم بست و مرا رها کرد و پس از چندی باز آمد و چشمهایم باز کرد و کتک زدن ادامه داد. گفت که حکم اعدامت صادر شده است و تو را روز پنجشنبه در گردنه لشکرک به دره پرت می‌کنیم و با تزریق الکل به رگ‌های تو ثابت خواهد شد که به دلیل مستی هنگام رانندگی به دره پرت شدی. پنجشنبه‌ها به خانه علی و نگار سلطانی در زرقبند می‌رفتم که به دوران زجر و سختی یاورم بودند و در دوستی تمام و کامل. فریده و دوستان نزدیکم این می‌دانستند و مرگ مرا در آن جاده باور می‌کردند. بعد گفت که شاید هم تو را بکشیم و بگوییم که به دلیل کشف ارتباط‌هایت با ضد انقلاب قصد فرار داشته‌ای و در حال فرار از کشور کشته شده‌ای. پس از چندی دوباره چشمای مرا بست. می‌شنیدم که کسان دیگر در اتاق رفت و آمد می‌کنند و کاری با تلفن انجام می‌دهند. چندین بار به جایی احتمالاً به اداره‌ای در مخابرات تلفن کردند و دستورهایی دادند. صحبت از قطع و وصل تلفن خانه من بود و چندین بار در مکالمات شماره تلفن خانه مرا به زبان آوردند. حیران بودم و نمی‌توانستم بفهمم که چه در سر دارند. پس از لحظه‌ای سکوت، آقای هاشمی چشمهای مرا باز کرد که از شدت درد پا و پشت و سر بی‌توان بودم و خرد شده. یکی دو ضربه دیگر زد و مرا توانی نمانده بود. گفت که مقامی عالی رتبه و بلند مرتبه با تو حرف خواهد زد. دوباره چشمهایم بست. صدای باز شدن در آمد و آقای هاشمی گفت: سلام حاج آقا. هاشمی تازه وارد را حاج آقا حسینی معاون وزیر و عضو حفاظت اطلاعات دفتر رهبری معرفی کرد. پیش از این از او نوشتم و بعدتر نیز خواهم نوشت
و تاریخ نیز از او به نام آقای سعید امامی بسیار خواهد نوشت. حاج آقا حسینی نشست و پس از لختی گفت: نقل به مضمون جناب فرجخان سرکوهی 11 سالی تازاندی و علیه نظام کار کردی، اما اکنون حکم مرگ تو صادر شده است. بارها مستقیم و غیر مستقیم با خشونت و بدون خشونت با تو حرف زدیم تا از خواب غفلت بیدار شوی و دست از اعمال خود برداری. چاره نشدی. کار تو از کار گذشته است. چهره‌ای شده ای. تلاش ما برای معتدل کردن تو به جایی نرسید. طوری تو را می‌کشیم که هم پیامی باشد برای امثال تو و هم ردی بر جایی نماند. کار جمع شما نیز تمام است. تا حال جلسه های شما تحمل کردیم، اما اکنون سیاست ها تغییر کرده است و جمع باید تعطیل شود. با کشتن تو جمع میفهمد که دستور ما جدی است. تو کشته خواهی شد و دیگران از کار خود دست برخواهند داشت تا به روز تو گرفتار نشوند. با چشمهای بسته و بدن شکنجه شده حکم اعدام بی محاکمه از دهان حاج آقا حسینی میشنیدم که در لهجه شیرازیش را لحن سرد و ملامعابش بیروح جلوه میداد. گفت که میخواهیم با افراد جمع مشورتی حرف بزنیم تا پیام ما جدی بگیرن و جمع تعطیل کنند تا به خشونت بیشتر مجبور نشویم. حاج آقا حسینی خداحافظی کرد. فرصت تمام بود. میخواستم حرفی بزنم، شاید که مفید افتد. اما حاج آقا امان نداد و رفت. آقای هاشمی دوباره چشمهای مرا باز کرد و چون بار پیش دهانم بست و کتک زدن از سر گرفت. خرد شده بودم و به التماس میگفتم که از من چه میخواهید؟ محکوم به اعدام را شکنجه کردن چه ضرورت است؟ گفت تو حرف حاج آقا نفهمیدی. میخواهیم با برخی نویسندگان حرف بزنیم تا بدانند که نظام از این پس فعالیت آنها را تحمل نمی کند. تو باید به آنها تلفن بزنی و با آنها قرار بگذاری. تلفن خانه تو را به این محل وصل کرده ایم و هر که به تو تلفن بزند تو باید از همینجا جواب بدهی. باید وانمود کنی که در خانه هستی. گفتم شما آدرس همه ما دارید و می توانید هر که را بخواهید احضار کنید و تا حال هر وقت که هر کدام از ما را با تلفن احضار کرده اید آمده ایم. لزومی به این کارها نیست. ما که مخفی نیستیم. دوباره شکنجه شروع کرد. گفت هر چه می گوییم باید انجام دهی. تو را بدنام می کنیم و بد می کشیم. نمی گذاریم کسی خوشنام بمیرد. این گونه قرار گذاشتنها ویژه دستگیری اعضای مخفی و فراری گروه‌های سیاسی است که پلیس آدرس آنها نمی‌داند و می‌کوشد سر قرار آنها را دستگیر کند. اما آنها آدرس و تلفن همه ما را داشتند و مخفی نبودیم. همیشه در دسترسشان بودیم. به این نتیجه رسیدم که می‌خواهند مرا بی‌اعتبار کنند تا وقتی مرا می‌کشند کسی اعتراض نکند. شاید هم می‌خواستند نمایشی راه بیاندازند تا ادعایشان را فرار یا پرت شدن من از دره باورپذیر کنند. نمی‌فهمیدم. رفتارشان منطقی نبود یا هدفشان را من درک نمی‌کردم. با شلاق و مشت و لگد چنان شکنجه شده بودم که توانی در من نمانده بود. زیر شلاق ناله می‌کردم. حکم مرگ خود شنیده بودم. بدنامی و خوشنامی برایم مهم نبود. نزدیک بودن مرگ آدمی را از آنچه زمینی است، آنچه بعد از تو میماند و تو نیستی با آن زندگی کنی یا آن را تغییر دهی دور می‌کند. جهان دور می‌شود و تو از جهان دور می‌شوی. در آستانه مرگ بودم، ناتوان و خرد شده از ساعت‌ها شکنجه. در آن دم آبرو و اعتبار برایم مهم نبود. می‌دانستم که تلفن‌ها که از من می‌خواهند فرق دارد با کسی که با دوستان مخفی و فراری خود قرار می‌گذارد یا آدرس‌های مخفی را می‌گوید. با خود گفتم هر چه باشد تلفن‌ها دوستان مرا نیز با خبر می‌کند که در بندم و زندانی. حدود 4 یا 5 نام و تلفن به من نشان داد و گفت به اینها زنگ بزن. تصمیم گرفتم چنان حرف بزنم که دوستان از دستگیری من با خبر شوند و نیایند. اول به هوشنگ زنگ زدم. همیشه او را هوشنگ خطاب می کردم.
اما این بار با لحنی رسمی و سرد و بیگانه گفتم آقای گلشیری باید در ساعت فلان به فلان محل بیایی. گفتم به نفع تو است. فهمید. گفت که اگر کاری با من دارند خودشان زنگ بزنن. جملهش که لحنی سردتر از نحل من داشت، آفتابی از گرما و نور در جان خسته من دمید. نکته را سری گرفته بود. کار تمام بود. شاد شدم. آقای هاشمی هم نکته را گرفت. دوباره با مشت و لگد به جان من افتاد، اما کار از کار گذشته بود. از خشم سرخ شده بود. می دیدم که بخشی از طرحشان شکست خورده است، اما مرا وادار کرد که به سیمین و سپان و مدیا کاشیگر و کوشان هم زنگ بزنم. اغلب خانه نبودند. سیمین در خانه بود. از لحن و واژه‌های من نکته را گرفت و خندید. به سخره گفت که این گونه قرارها را در جوانی می‌گذاشته است. غرابت موضوع ما همیشه در خانه‌ها و یا دفتر آدینه قرار می‌گذاشتیم. باهوشی دوستان، لحن رسمی و سرد و وحشت زده و پردرد من و واژه‌هایی که به کار می‌گرفتم سبب شده بود که دوستان بفهمند و سر قرارها نیایند. هوشنگ به همه خبر داده بود که من در بندم و گفته بود که تلفن‌ها از زندان است. آقای هاشمی پس از شلاق مجدد دوباره چشم‌هایم بست. شب را با چشم بسته در همان مقر زندانی بودم و میهمانی شلاق و کتک. عصر روز بعد چهارشنبه روزی بود که اول با کابل مرا زدند، بعد با چشمای بسته سوار ماشین کردند و در یکی از خیابان‌ها چشمایم را باز کردند. بردن نزدیکی میدان ولیعصر و گفتند که آقای مدیا کاشیگر می آید. آمد. ما را هم با هم سوار ماشین کردند و پس از مدتی چشمانمان بستند و به همان زندان مخفی بردند. مدتی با چشم بسته نشستیم تا حس کردم که کسان دیگری را هم آورده اند. بعد وقتی حرف زدن از صدایشان فهمیدم که منصور کوشان و محمد علی هستند. بعدها منصور به من گفت که او را در خیابانی گرفته بودند هنگامی که به میهمانی میرفت. محمد علی را نزدیک محل کارش دستگیر کرده بودند. بعد که آزاد شدم فهمیدم که آن شب هیچ کس جز آقای مدیا کاشیگر سر قرار نیامده است و منصور و محمد علی را هم در محلهای دیگر و در ساعتهای دیگر دستگیر کرده اند. اول آقای هاشمی حرف زد، بعد هم کسی که آقای هاشمی او را از مقامات عالی رتبه معرفی کرد. از صدایش فهمیدم که همان حاج آقا حسینی شب قبل است. چشم همه ما بسته بودند، اما رفتارشان خشن نبود. حاج آقا گفت که نظام از این پس فعالیت ما و جمع ما تحمل نمی کند. گفت که ما باید دست از کار کانون بشوییم. گفت که سیاست نظام تغییر کرده است و از این پس جمع مشورتی حق تشکیل جلسه ندارد. گفت که فعالیت‌های روشنفکران به دلایلی از جمله نفوذ نیروهای برانداز ضد انقلاب و عوامل بیگانه به مسئله امنیتی بدل شده است. منصور و محمد علی و کاشیگر حرفایی زدند، من اما ساکت ماندم. حاج آقا در پایان گفت که کوشان و کاشیگر و محمد علی آزاد می‌شوند، اما یکی از شما می‌ماند. آنها را آزاد کردند و من شب را دوباره در زندان ماندم. صبح روز بعد، روز پنجشنبه ساعت 10 یا 11 آقای هاشمی آمد و پس از کمی کتک زدن گفت وصیت اگر داری بنویس. کاغذ داد و خودکاری مشکی 2 سطر نوشتم. دنیا بی وفا بود و عروس 1000 داماد. بعدها در آن 48 روز زنده بگوری معنای واقعی اعدام‌های نمایشی و استادی آقای هاشمی و شکنجهگران دیگر در وادار کردن قربانی به باور کردن اعدام نمایشی تجربه کردم و دیدم که چگونه مرگ آگاهی جهان را رنگی دیگر می‌زند و زخم درمان ناپذیر داستایفسکی را فهمیدم که تجربه نادر چشم انتظاری مرگ را از سر گذرانده بود. همان 5 ثانیه آخر کاتوف در تسخیر شدگان، اما آن روز امیدی هم بود. کسانی می‌دانند که در بازداشت هستم و قتل مخفیانه من ممکن نیست و سرانجام خبر درز می‌کند. درد جسمانی و زخم روحی جانم به لب رسانده بود. آقای هاشمی گفت آماده اعدام باش. رفت. حدود 2:30 بعد از ظهر آمد و چشمهای من باز کرد و گفت تصمیم ما تغییر کرده است، تو آزاد می‌شوی. اما همانطور که قبلا گفتم ممنوع الخروج هستی. گفت ماشین تو را به تو می‌دهیم، اما سند آن پیش صاحب جدید می‌ماند. تعهد گرفت که ماجرا به کس نگویم و به ویژه گفت
که تکنیک تلفن از اسرار مهم امنیتی است و اگر این تکنیک و انتقال سند اتومبیلی را به کسی بگویی تو را می‌کشیم. پنداشتم که جان به در برده ام و تا روزی بعد به 1000 پاشنه می‌چرخد و از این ستون به آن ستون فرج است. غافل که هر که را نام فرج است، بخت یار و باز نیست. آنها طرح دستگیری فرودگاه مهرآباد در سر داشتند. دوباره چشمانم بستند و در خیابانی نزدیک خیابان دولت آزاد کردند. حدود 3 بعد از ظهر بود و آفتاب گرم تابستانی چشم را آزار می‌داد. به خانه آمدم. تلفن قطع بود. از تلفن عمومی به 1-2 تا از دوستان زنگ زدم. درباره تلفن فقط به 2 نفر گفتم که می‌دانستم جایی نقل نمی‌کنند. به براهنی که زنگ زدم گفت به خانم سیمین دانشور زنگ بزن و تشکر کن. زنگ زدم و سپاس به جای آوردم. بعدها دانستم براهنی و هوشنگ درباره دستگیری من با خانم دانشور حرف زدند و او اقدام کرده است. هوشنگ با فراست و هوش و درایتی که در او بود بیکار ننشسته بود. به بچه‌ها زنگ زده بود که فرج زندانی است. به فکر نجات من هم بود. همیشه میگفت که دوستم را زنده میخواهم. در آن روز وحشت و هراس که خود در خطر بود برای نجات من به هر دری زده بود. زنگ زده بود به آقای مسعود بهنود که میدانست سر و سری دارد با قدرت و گفته بود که کاری بکن. پیام داده بود که اگر جسد فرج را بیاندازند توی خیابان آرام نخواهد نشست. بعد زنگ زده بود به خانم سیمین دانشور که همیشه در سختی‌ها پناهمان بود و یاورمان. ماجرا گفته بود. براهنی هم زنگ زده بود به خانم دانشور و گفته بود که موضوع جدی است و از او خواسته بود که مرا برهاند. خانم دانشور زنگ زده بود به مشاور رئیس جمهور وقت آقای عطاالله مهاجرانی که بعدها وزیر شد. نقشه اشقیا هرچه بود بر مخفی ماندن دستگیری من استوار بود. نقشه رو شده بود و شهر خبردار. حال که دانسته شد که در بندم مرگ در تصادف و یا در فرار باور کردنی نبود. خانم دانشور به اصرار از اعتبار خود مایه گذاشته بود و قول آزادی مرا از آقای مهاجرانی گرفته بود. به او گفته بودند که 5 شنبه آزادش می‌کنیم. 3 بعد از ظهر 5 شنبه آزاد شدم. در دستگیری بعدی که اعلام شد که من ناپدید شده‌ام و همه ترسان بودند، خانم دانشور از معدود کسانی بود که هرچه در توان داشت به کار کرد و از همان روز نخست ناپدیدی من پیگیر بود و پرتلاش. مادر پیر و برادرم را غمخوار بود و یاور. هفته بعد از ناپدیدی من به برادرم گفته بود که آشنای با نفوذش این بار پا پس کشیده است و گفته است که کار فرج از کار گذشته است. خانم دانشور در همه آن سالیان درد و رنج و ترس یاورمان بود و غمخوارمان. از مرگ رسته بودم. هرچند کمی بعد در آبان ماه با رو بودن من در فرودگاه نقشه قتل مرا پی گرفتند. از کار هوشنگ وقتی با خبر شدم که به خانه اش رفتم یا او آمد. محل یادم نیست. اما نگاه رفیقانه اش را هرگز از یاد نمیبرم. شادی زنده دیدن دوستی. شادی آن که دوستی را از دهان بیرحم مرگ بیرون کشیده ای. گفت بنشین. شایت را بخور. حکایت بماند برای بعد. مهم این است که زنده ای. درباره این دستگیری بسیار اندیشیده‌ام. به راستی چه در سر داشتند؟ کارشان کپی برداری از روش‌هایی بود که برای دستگیری اعضای مخفی و فراری گروه‌های سیاسی و مسلح به کار می‌بردند. چه احتیاجی به تلفن‌ها بود؟ آدرس همه ما را داشتند. می‌توانستند با تلفن همه را احضار کنند، چنان که روال همیشگیشان بود. باید می‌دانستند که هیچ یک از ما این تلفن‌ها را باور نخواهند کرد. احمق نبودند تا این درجه. بودند. پس این چرا کردند؟ چه بدنامی داشت برای من؟ قصد ترساندن ما داشتند تا فرمانشان را که حق تشکیل جلسه نداریم به جد بگیریم. رنوی مرا چرا فروختند؟ تا وانمود کنند که من قصد فرار داشتم و به هنگام فرار مرا کشتند. پس تلفن‌ها چه معنا داشت؟ حکایت پرت کردن از دره لشکرک چه بود؟ نخست گمان بردم که هدفشان بدنام کردن من است و به وجود آوردن فضای رعب و وحشت. آقای هاشمی از کشتن در حال فرار ساختگی حرف می‌زد و فروش اجباری اتومبیل به تاریخ چند روز قبل از آن روز حرف او باور کردنی می‌نمود. پرت کردن من به دره لشکرک هم طرحی بود باور کردنی. عواملشان به دروغ در خارج از کشور شایعه کرده بودند که سرکوهی مصاحبه کرده است. شایعه را به گوش فریده هم رسانده بودند.
فریده در تلفن از من پرسید. گفتم که دروغ است. قصدشان از پرداختن و پخش این شایعه چه بود؟ بدنام کردن من، برای پوشاندن اهداف واقعی، پرده کشیدن بر شکست برنامه اصلی. در 48 روز دستگیری بعدی در آبان ماه تاریخ مصاحبه‌ها و بازجویی‌های اجباری را شهریور ماه قید می‌کردند. شایعه خارج از کشور مقدمه‌ای بود برای برنامه‌های آبان ماه. ماجرای شهریور ماه پیش درآمد طرح ربودن من در آبان ماه بود. در نامه 14 دی ماه همین نوشتم، اما هنوز هم ندانستم که چه اهدافی داشتند. آن تلفن‌ها و فروش اجباری رنو به تاریخ چند روز قبل چه معنا داشت؟ هرچه بود، از مرگ رسته بودم و معنا. اینان به جنگ هرچه معنا بود برخاسته بودند و دستگیری 13 آبان را در فرودگاه مهرآباد تدارک می‌دیدند. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. آدمربایی در مهرآباد. تفصیل این ماجرا را در خاطرات خود حال اهل درد نوشتم. اینجا به اختصار به مواردی اشاره می کنم که با کانون نویسندگان ارتباط دارد که در اون مایه این نوشته است. روزی به من زنگ زدند و گفتند که دیگر ممنوع الخروج نیستی. از شب دستگیری در خانه رایزن فرهنگی سفارت آلمان گفته بودند که ممنوع الخروجی و در دستگیری شهریور ماه نیز بر این نکته تاکید کرده بودند. ماجرا با فریده گفته بودم. می‌دانستم که فریده در آلمان اقداماتی کرده است. با خود پنداشتم که فعالیت‌های فریده شاید ثمر داده است. بلیط تهیه کردم و ویزا. 13 آبان تولدم بود. شب قبل از سفر آقای هاشمی زنگ زد. گفت که مشکلاتی هست در راه خروج تو. از شنود تلفن‌ها شاید یا به راه دیگری تاریخ سفر من می‌دانست. پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی به هامبورگ 8:30 صبح بود. مسافران اما به روال پروازهای خارجی در ایران برای بازرسی گمرک و کنترل گذرنامه باید 4 ساعت زودتر به فرودگاه می‌رفتند. آقای هاشمی گفت او یا کسی دیگر ساعت 4 صبح در فرودگاه مهرآباد خواهد بود تا نامه رفع ممنوع الخروجی مرا به مسئولان اطلاعات در فرودگاه برساند. جغدی شوم در سر من می‌خواند. دانستم که کار سفر انجام نمی‌رسد. پروین اردلان گفت که شاید قصد دستگیری تو دارند، اما هر دو به این نتیجه رسیدیم که اگر بازداشت مرا در سر دارند می‌توانند هر لحظه و هر جا که بخواهند به مثل همان شب و در خانه من قصد خود عملی کنند، چرا در فرودگاه؟ با گذشتن از سفر هم گرهی حل نمی‌شد. گفتم دل به دریا می‌زنم و می‌روم. یا در فرودگاه مرا آزار می‌دهند و برمیگردانند، یا اجازه سفر می‌دهند. امکان بازداشت مرا همیشه داشتند. بازداشت در فرودگاه بی‌معنا بود و نامعقول. از قبل با هوشنگ قرار گذاشته بودم که پس از رد شدن از بازرسی گذرنامه از سالن ترانزیت به او تلفن کنم و جمله‌ای بگویم تا او بداند که به سلامت از بازرسی گذرنامه رد شدم. با پروین هم قرار گذاشتم که از هامبورگ و برلین به او تلفن کنم. می‌دانستم که فریده کسانی را در فرودگاه هامبورگ به استقبال من می‌فرستد. قرار بود از هامبورگ با قطار به برلین بروم که آرش و بهار و فریده آنجا بودند. از برلین هم قرار بود به برادرم اسماعیل در شیراز و به علی و نگار سلطانی در زربند زنگ بزنم. صبح با پروین به فرودگاه رفتیم. از پروین جدا شدم. پس از انجام تشریفات گمرکی، آقای هاشمی و 3 همکار او مرا دستگیر کردند. داستان را در نامه 14 دی ماه که به رنجنامه فرج سرکوهی شهره شد خوانده اید و مکرر نمی کنم. مرا دستگیر کردند با بار و بنه. مدتی مرا در طبقه دوم فرودگاه مهرآباد در اتاقی که در اختیار آنان بود نگه داشتند. می رفتند و می آمدند. حاج آقایی بود درشت‌اندام و بسیار چاق که گویا رئیس حراست فرودگاه مهرآباد بود یا چیزی از این قبیل. بسیار فعال بود و مدام با آقای هاشمی در تماس و در رفت آمد. در عملیات آن صبح 7-8 نفری بودند از مأمور و راننده
مرا با چشم‌های بسته به یکی از زندان‌های مخفی وزارت اطلاعات بردند. شکنجه و زجر و درد آغاز شد. روز سوم بود یا چهارم که آقای هاشمی به من گفت که اعلام کرده ایم که تو در آلمان هستی، تو رو خواهیم کشت. باور نکردم. داستان احمقانه بود. چه کسی باور میکرد که من به آلمان رفتم و با هیچ کس تماس نگرفتم؟ چه سودی داشت این داستان برای اشقیا؟ به تجربه میدانستم و آنها نیز میگفتند که در کشتن روشنفکران ناراضی ردی از خود به جای میگذارند تا دیگران بدانند که کار آنها بوده است و بترسند. آسان بود به مثل کشتن کسی در تصادف رانندگی ساختگی بی هیچ رد و نشانی. اما هر قتلی، چنان که بارها میگفتند، پیامی هم بود برای دیگران، پس اگر به مهارت میکشتند و بی هیچ ردی، پیام ناشنیده میماند. اما حماقت داستان سفر من به آلمان از حد و مرز رد و نشان گذشته بود. در روزهای اول از امکاناتشان بیخبر بودم و به مثل نمیدانستم که بعدها نامه‌ای در پرونده من خواهند گذاشت به امضای کسی در آلمان که گواهی کرده بود که سرکوهی در آن 48 روز در خانه من بوده است. این را در بازداشت دوم فهمیدم، به هنگامی که با شکنجه مرا وادار کردند که بنویسم که در آن مدت در خانه آن کس بودم، یا نمیدانستم که در آدینه خواهند نوشت که سرکوهی در آلمان دیده شده است. حرف آقای هاشمی باور نکردم تا چند روز بعد که تکه‌ای از روزنامه جمهوری اسلامی به من نشان داد که خبر از مسافرت و ناپدیدی من در آلمان داشت. باور کردم که کار تمام است و آنها مرا خواهند کشت. چه چاره داشتند جز این؟ بعدها آقای رفسنجانی رئیس جمهور و آقای ولایتی وزیر خارجه هم به طور رسمی گفتند که سرکوهی در آلمان است. دفتر رئیس جمهور و وزارت خارجه نامه‌های رسمی بسیار به عفو بین‌المللی، اتحادیه اروپا و نهادهای دیگر نوشتند مبنی بر مسافرت و ناپدیدی من در آلمان. برای تایید ادعای خود مدارکی جعلی، به مثل مهر جعلی فرودگاه هامبورگ، برگزارنامه من، نامه آن کس که ادعا داشت من در خانه او بودم، خبر مجله آدینه و را ضمیمه می‌کردند. برخی از این نامه‌ها را پس از آزادی در اروپا دیدم. دانستم که کار تمام است. 48 روز زنده به گوری را با چشم انتظاری مرگ، با درد و شکنجه‌های آقای هاشمی و حاج اصغر آقا و دیگرانی که از آنها تنها کابل‌هایشان را به یاد دارم و مشت و لگدهایشان، و زجرآورتر از همه با زخم دردناک مصاحبه‌های اجباری گذراندم. در نامه 14 دی ماه در این باره و درباره بازجویی‌ها نوشتم و مکرر نمی‌کنم. بر برگه‌های بازجویی و در مصاحبه‌های ویدیویی تاریخ شهریور ماه را قید می‌کردند. بیشتر بازجویی‌ها داستان‌هایی بود که آنها را به روال رئالیسم جادویی، تلفیق واقعیت و خیال به نحوی باور کردنی به هم بافته بودند. همان داستان جاسوسی و روابط نامشروع که در نامه 14 دی ماه نوشتم. مرگ من قطعی بود. قصد داشتن مرا بکشند و مسئولیت نپذیرند. در آن 48 روز زنده به گوری 2 بار اعدام نمایشی شدم، 1000 بار مردم، شکنجه‌هایی فراتر از خیال سیاه شیطان تجربه کردم. 1 بار با چشم‌های باز حاج آقا حسینی را دیدم و 1 بار با چشم‌های بسته حرف‌های او شنیدم. در آن 48 روز آنچه می‌گفتند و سؤال‌ها و بحث‌ها که می‌کردند، دریافتم که در همه سالیانی که بوده ایم و بودند، چون نهادی کارا، محسوس و نامحسوس در عرصه فرهنگ و برای قتل فرهنگ فعال بودند. با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین ابزارهای فنی و عوامل انسانی ما را کنترل کردند، مستقیم و غیر مستقیم. بحث‌های کاذب فرهنگی به میان ما آورده‌اند، چهره‌های دروغین پرداخته‌اند، جریانات موازی ساخته‌اند، بی آنکه چهره بنمایانند خط داده‌اند و هدایت کرده‌اند. با خراب کردن چهره‌های فعال و بهره‌گیری نامحسوس و مؤثر از رقابت‌ها و حسادت‌ها که در آدمی است حذف کرده‌اند. آتش کینه و دشمنی تیز کرده‌اند، شایعه‌ها پرداخته‌اند تا چهره‌های فعال فرهنگی را بدنام کنند، در کوره حسادت‌ها و تنگ چشمی‌ها دمیده‌اند. مأموران و دلخواهان خود برکشیده‌اند. جنگ تمام عیار با روشنفکران مستقل مملکت، از مذهبی و غیر مذهبی، از چپ و راست، از یمین و یسار، جز صدا و صراط خود هیچ صدا و صراطی را مجاز و مستقیم نمی‌دیدند. فرهنگ تک صدایی و ساختاری مبتنی بر اتوریته را تنها راه حفظ نظام اسلامی و وحدت کشور می‌دانستند. فروپاشی بلوک شرق، ضرورت‌های ناگزیر زمان و زمانه، مقاومت‌ها و
نسل جوانی که پیش چشم نگران این رستمان پسرکش قد می‌کشید، تکنولوژی ارتباطات که سانسور رسمی و دولتی را ناکار کرده است و آتش خشم در دلشان برافروخته بود. باور داشتند فروپاشی بلوک شوروی سابق که آن را مرگ ایدئولوژیک کمونیسم می‌دیدند، رقیب سرسختشان را در راهبری فکری جهان از میان برداشته است. جهان غرب را سرمایه‌داری منحط و ورشکسته می‌دانستند که رو به زوال است و از آرمان و معنویت تهی است. تمامی جهان را نیازمند و تشنه معنویت می‌دانستند که در انحصار آنان بود و اراده الهی وظیفه پاسداری و گسترش آن بر عهده آنان گذاشته بود. به پیشگویی نوستراداموس ایمان داشتند که ظهور امام خمینی مقدمه ظهور منجی امام زمان است که آنها سربازان گمنام او بودند، خود را پیش قراولان دنیای نو می‌دیدند که در جنگی تمام عیار بین حق و باطل تحقق می‌یافت. باور داشتند که در این جنگ غرب و غرب باوران، اصلاح طلبان، روشنفکران دینی و لایک و هر که با آنان نبود مانع و راده و دشمنند و بر آنان است که آنها را ارشاد و یا حذف کنند. در آن 48 روز مرگ من قطعی بود و دلیلی برای مخفی کاری نداشتند که مورد حرف نمیزند و چشم دیدن و زبان شهادت دادن ندارد. گاه با زبان شلاق سخن میگفتند و شکنجه و گاه با زبان کلمات. avogaboo.com آقای سعید امامی حرف میزند. در این فصل که تحلیل‌ها و نظرات آقای سعید امامی یعنی حاج آقا حسینی و آقای هاشمی و یکی دو تن دیگر نقل می‌کنم، چند نکته را در نظر باید داشت. روایت حوادث و نقل جمله‌های کوتاه آسان‌تر است از نقل تحلیل‌ها و آرا. به ویژه آن که آرا را در زندان و بازداشت شنیده باشی و نه یک بار که در چندین بار و نه از یک زبان که از چند زبان. حدود 3 تا 4 سال به کرات احضار شدم. چندین بار بازداشت و زندانی بودم. در جریان احضارها و تهدیدها و بازجویی‌ها و اخطارها و کتک‌ها بحث و سخن بسیار شنیدم از راست و ناراست. پس به دلیل یکی بودن آرایشان در آنچه که از آقای سعید امامی حاج آقا حسینی نقل می‌کنم، امکان این خطا هست که زمان گفتن حرفی و عبارتی را در برخی از موارد به یاد نداشته باشم و حرفهای حاج آقا حسینی و آقای هاشمی و حاج آقاهای دیگر در این جهان که ما درانیم حاج آقاها بسیار است، در مواردی که به نقل افکار و تحلیل‌های نظری آنان برمیگردد با هم نقل کنم. در مسائل نظری مانند هم سخن می‌گفتند و گاه با جمله‌های واحد. انگار که یادمانده‌های خود از متن واحد نقل می‌کردند. واکنش حافظه من در برابر مرگ نیز عاملی است. هنگام شکنجه و نگرانی و ترس و وحشت و به ویژه در آستانه مرگ، حافظه آدمی در یادآوری گذشته فعال است و در به یاد سپردن حال تنبل. در آن 48 روز در زندانی مخفی در انتظار مرگ بودم. 9 ماه از بازداشت 1 ساله دوم در سلول انفرادی و بیخبر از هر جا و هر جا اعدام را انتظار می‌کشیدم و امیدی به زنده بودن نداشتم. در آن موقعیت که من بودم به یاد سپردن چه فایده داشت که امکان بازگویی و زمان یادآوری متصور نبود. جهان از من دور شده بود و انگیزه‌ای برای به یاد سپردن نداشتم. حافظه من در آن ایام به گذشته برمیگشت و به عشقها و دوستان و به زیبایی‌های زندگی هم که نادر بودند و پرارج. در تنهایی سلول گاه به حرفهای آنها فکر می‌کردم، اما می‌کوشیدم که روزهای پایانی عمر خود با یادآوری لحظه‌های زیبا و دوست داشتنی و با رویاهای دلنشین پر کنم که از زندان و بازجویان و مرگ دور بود. پس در آنچه که از افکار و نظریات و تحلیل‌هایشان نقل می‌کنم و نه در شرح حوادث رویدادها امکان درهم شدن حرف‌های چند کس و امکان درهم شدن زمان هست. حرف‌های همه جلسه‌ها را با هم می‌آورم که تفکیکشان برایم ناممکن است. اما سخنها درست است و دقیق، هرچند نقل به مضمون است و معنا و محتوا در ذهن مانده است و همان هاست که گفتند. البته نه به تمامی، آنچه را درباره افراد گفتن نمی آورم، چرا که می کوشیدند همه را مستقیم یا غیر مستقیم مأمور و همکار خود معرفی کنند یا چهره ها مخدوش کنند و مرا به زمین و زمان بدبین. قالب و واژگان و ترکیب بندی جمله ها و توالی و تنظیم سخن از من است. آقای سعید امامی حاج آقا حسینی می گفت
ما عوامل و دلایل فروپاشی شوروی و اقمار آن بررسی کرده ایم. آنها نظام‌های ایدئولوژیک بودند و ما نظامی مکتبی. ایدئولوژی آنها زمینی بود و باطل و مکتب ما آسمانی است و برحق. آنها نیز چون ما موفق شده بودند که مخالفان سازمان یافته خود را نابود یا غیر مؤثر کنند. اما زمانی که به دلایل گوناگون فضا را اندکی بازتر کردند، با روشنفکران مستقل و منفردی روبرو شدند که به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و علمی و حقوق بشری معروف می‌شوند و چهره. برخی از آنها خطرناک نیستند. با نظام راه می‌آیند و اهل سازشند و معامله. عناد ندارند. هوای کار دارند و رابطه خود با جناح‌های نظام کاملا قطع نمی‌کنند. اما برخی با کل نظام مسئله دارند. با نظام دینی مخالفند. عناد دارند. اینها هم همیشه خطرناک نیستند. اما در شرایط بحرانی یا در شرایطی که تحولی در جریان است می‌توانند نقش آلترناتیو بازی کنند. توضیح حاشیه: آلترناتیو یعنی جایگزین. ادامه متن. یا به محور و بلندگوی مخالفان تبدیل شوند و یا به اتوریته‌های مؤثر. این گونه افراد نه فقط در میان غیر مذهبی ها و غرب باوران که در میان مذهبی ها هم هستند. مدام از تهاجم فرهنگی می گفت که پیش از این گفتم و در توجیه اعدام من می گفت ما برای از بین بردن مخالفانی که آلترناتیو بالفعل و بالقوه بودند خون دادیم و نمیگذاریم مشتی روشنفکر غربگرا خون شهدای ما پایمال کنند. وظیفه وزارت اطلاعات حفظ نظام از خطرهای بالفعل و بالقوه است و افرادی چون تو خطر بالقوه هستند که باید ساکت، منزوی، حذف و در صورت لزوم نابود شوید. ما آدمکش نیستیم و با شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنیم که مخالفان را کنترل کنیم. اما مبارزه با تهاجم فرهنگی جهادی است در برابر معاندان. در جنگ هر تاکتیکی مجاز است. ما آدمکشی دوست نداریم، اما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که انقلاب و امنیت مملکت بازیچه مشتی روشنفکر فاسد و لیبرال بشود. هر از چندی مجبوریم یکی از شما را بر اساس معیارهای کارشناسی چون توان، نفوذ، میزان نزدیکی و دوری به مبانی و سیاست‌های نظام، مواضع و افکار، توانایی سازماندهی و سابقه سیاسی و فکری انتخاب کرده و معدوم کنیم. تا از چهره شدن افراد ناباب جلوگیری کنیم و دیگران را از ادامه فعالیت‌های خود بترسانیم. حذف‌های فیزیکی را به نحوی اجرا می‌کنیم که مخالفان بفهمند و حساب کار خود بکنند. با معدوم کردن چند نفر از پیشامدهایی جلوگیری می‌کنیم که اگر رخ دهند مجبور می‌شویم تعداد بیشتری بکشیم. آنگاه که رخصت سخن گفتن به من هم میداد میگفتم که در فرهنگ و سرکوب و کشتار کار به سامان نمیرسد و ما را رغبتی به فعالیت‌های سیاسی نیست و فقط آرزوی چاپ بی‌سانسور کتاب‌هایمان داریم و آزادی مطبوعات و نهادی که از خواست‌های صنفی ما حمایت کند. در جواب من میگفت که چه بخواهید و چه نخواهید خواست‌های شما به معنای عبور از مبانی و خط قرمزهای نظام است. می گفت مملکت در آستانه تحول است. فضا بازتر خواهد شد. سیاست‌های نظام به سوی فضای باز در حرکت است. وزارت اطلاعات و گروه او از تحولاتی که به سوی فضای باز در پیش است و نظام را از بحران سیاسی داخلی و بحران در روابط خارجی نجات می دهد، حمایت می کنند. می گفت فضا در چارچوب‌های معینی که همان قانون اساسی است باز خواهد شد، اما به هنگام بازتر شدن فضا این امکان هست که کسانی مذهبی یا لاییک از خط قرمزها عبور کنند و امنیت مملکت و حکومت اسلام به خطر اندازند. شوروی و گورباچف را شاهد مثال می آورد. می گفت گورباچف قصد نابودی نظام سوسیالیستی و انهدام امپراتوری شوروی نداشت. برنامه او رفرم بود و اصلاحات در چارچوب نظام. اما کار از دست بشد. نیروهایی با حمایت غرب از فرصت‌ها که گلاسنسوس و پروستریکا و باز شدن فضا به وجود آورده بود بهره گرفتند. بر موج نارضایتی‌های مردم از نظام سوار شدند و با طرح شعارهای حقوق بشری غربگرایانه به میدان آمدند. با حمایت غرب و به ویژه رسانه‌ها نظام را فرو پاشیدند. می‌گفت که ما از فروپاشی شوروی آموخته‌ایم و اجازه نخواهیم داد که کسانی از باز شدن فضا بهره گیرند.
میگفت که سرکوب مخالفان، خنثی کردن بمب‌های بالقوه و بالفعل، حذف چهره‌های مشهور و مؤثر و با نفوذی که با نظام عناد دارن، لازمه اجتناب ناپذیر حفظ حاشیه امنیتی نظام و لازمه بازتر شدن فضا و بخشی از مدیریت بحران است تا از تکرار تجربه فروپاشی شوروی و از خشونت متحجران مخالف اصلاحات جلوگیری کنیم. به نسبتی که فضا بازتر می شود و وسوسه بهره‌گیری از فرصت‌ها در دل کسانی بیدار، باید که ما به مراقبت خود بیفزاییم و هر از چندی با هجوم به نیروهای بالقوه و بالفعل معاند نظام آنها را خنثی کنیم. می گفت که اگر اقدامات آنها در حذف و قتل و سرکوبی نبود، چه بسا که خشونت متحجران و نیروهایی که با بازتر شدن فضا مخالفند شدت می گرفت و کشتارهای بیشتری در راه بود. می گفت که به دلیل نارسایی‌ها و ضعف‌هایی که در برنامه‌های فرهنگی و علمی نظام بوده است، کسانی مثل تو در مملکت چهره شده‌اند که با نظام همراه نیستند. برخی از چهره‌ها هنگام تحول می‌توانند نقش آلترناتیو بازی کنند یا به بلندگوی معاندان بدل شوند. مدام از کسانی چون هاول و سولژنیتسین و ساخاروف نام می‌برد که به اعتقاد او با کمک نهادهای غربی چهره شده بودند و اسب ترعای غرب بودند در بلوک شوروی سابق. می گفت که نظام اسلامی ما با کمونیسم و سرمایه‌داری با شرق و غرب در مبارزه است. کمونیسم فروپاشیده است و کمونیست‌ها در مملکت ما نیروی خطرناک نیستند. غرب و به ویژه آمریکاست که اکنون راه بر جهانی شدن اسلام و حکومت جهانی الله که وعده قرآنی است بسته است. غرب است که ریاکارانه دم از حقوق بشر میزند و از غرب باوران لایک و از کسانی که سودای جدایی دین از حکومت دارند حمایت میکند. میگفت که ما همه آلترناتیو ها خنثی کرده ایم. همه سازمان های سیاسی را نابود کرده ایم یا بی اثر. اکنون با پدیده روشنفکران منفرد و مستقلی روبرو هستیم که در عرصه های فرهنگی و فکری و علمی فعالند. تشکیلاتی نیستند اما در آینده برای ما خطرناکترند. میگفتم که ما کاری نکرده ایم و کار ما در چارچوب قانون بوده است و ما را با سیاست کاری نبوده است. میگفت تو آدینه را به فضایی برای دگراندیشان تبدیل کردی، در نوشته هایت فرهنگ غربی را با عناد دنبال کردی، سابقه سیاسی داری، مشهوری، در قانون بسیار فعال بودی، به اخطارهای ما توجه نکردی. ما نمیخواهیم همه فعالیت‌های فرهنگی مخالفان را ممنوع کنیم. نظام قوی است، اما باید دامنه فعالیت‌های معاندان را در فرهنگ محدود کنیم. کاری کنیم که احساس امنیت نکنید و بترسید و محدوده ها را رعایت کنید. میگفت در گذار به فضای بازتر باید که با حذف و سرکوب حاشیه امنیتی نظام را حفظ کنیم. میگفتم که ما از چارچوب‌های قانون پا فراتر نگذاشته ایم و قانون فعالیت صنفی را منع نکرده است. میگفت مواضع تو و برخی از دوستان تو در جمع مشورتی خلاف قانون است و گرایش‌های قانون را مثال میزد و بحث‌هایی را که در مطبوعات منعکس شده بود و معلوم بود که فشرده آنها را در جایی به دقت خوانده است. در جمع مشورتی قانون دو گرایش اصلی بود. گرایشی که خواستار ذکر موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور و حذف واژه اندیشه و قید بی‌حصر و استثناء از عبارت دفاع از آزادی بیان و اندیشه بی‌حصر و استثناء در منشور بود و نوعی ارتباط با نهادها و افرادی که درون نظام و حتی عضویت برخی از معتدلین آنها را در قانون برای ثبت رسمی و قانونی قانون لازم می‌دید. گرایشی دیگر که من نیز با آن همراه بودم، با استدلال دور کردن قانون از دسته‌بندی‌های سیاسی موافق و مخالف، حفظ استقلال قانون، فراتر بودن خلاقیت فرهنگی از قوانین و ارتباط تنگاتنگ اندیشه و تخیل در آفرینش فرهنگی. با خواستهای گرایش اول موافق نبود. پیش از این به تفصیل از این دو گرایش گفته‌ام. هر دو گرایش به خوبی با هم کار می‌کردند و جمع مشورتی برآیند این دو بود و چند صدایی بود. بحث‌های دو گرایش در مطبوعات آن زمان نیز منعکس شده بود. آقای سعید امامی حاج آقا حسینی می‌گفت: ما گرایشی را که تو در آنی در جایگاه کلیدی قانون تحمل نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که کسانی مثل تو در جامعه مطرح شوند. به تدریج حسابمان را با کسانی که مثل تو فکر می‌کنند و در جامعه فرهنگ
فعال و مؤثر و مطرح هستند پاک و صاف خواهیم کرد. می گفت که نظام ما نظام رأفت است. تا کنون شما را تحمل کردیم و سعی کردیم با گفتگو با نویسندگان و روشنفکران و گاه با خشونت مسئله را با تفاهم حل کنیم. افاقه نکرد. با دستگیری سعیدی و معدوم کردن میرعلایی به شما پیام دادیم. افاقه نکرد. تلاش کردیم که تو معتدل‌شر شوی و دست از مواضع خود برداری. بارها به تو اخطار کردیم. افاقه نکرد. ناپدیدی و مرگ تو و فضای ترس و ناامنی که به وجود آمده است مدتی دوستان تو را فلج و زمینگیر خواهد کرد. می گفت و زمانه بر من غروب مرگاور بود و دنیا سیاه. مرگ نزدیک بود و زنده به گوری چون مرا امیدی نبود. در آنچه که از آقای سعید امامی، حاج آقا حسینی و دیگران نقل کردم، باید که به دیده تأمل نگریست و سره از ناسره جدا کرد. قربانیان دستگاه‌های پلیسی می‌دانند که سخن‌های مستقیم و غیر مستقیم بازجویان و بازپرسان اطلاعاتی با متهمان و محکومان و با جامعه ترکیبی است از اطلاعات درست و ضد اطلاعات. اطلاعاتی نادرست که با اطلاعات درست اما سوخته ترکیب می شود. در هر کلام که می گویند هدفهایی در نظر دارند چون القای غیر مستقیم، این یا آن خط یا این یا آن نتیجه گیری. گاه وانمود می کنند که آراء خود می گویند اما رأی واقعی خود پنهان می دارند. با دادن اطلاعاتی که باور کردنی می نماید و با نقل گوشه‌هایی از واقعیت‌ها و جعل داستانی باور کردنی و همراه کردن آن با اسنادی واقعی نما، بذر یأس و بدبینی در ذهن قربانی می‌کارند و همه را عامل خود معرفی می‌کنند. به مثل متنی را به عنوان گزارش اطلاعاتی به قربانی نشان می‌دهند که هیچ نیست جز دستخط قربانی دیگری که به اجبار شکنجه گفته‌های بازجویی را رونویسی کرده است. در این گونه متن‌ها واقعیت‌ها را با دروغ چنان می‌آمیزند که باور کردنی بنماید. مرا نه تنها به سخنان پلیس امنیتی که به اسنادشان نیز اعتمادی نیست، که در ماجرای 48 روز زنده به گوری و بازداشت بعدی دیدم که بی‌پروا سند جعل می‌کنند. دیدم که در پرونده‌های زمان شاه و در پرونده‌های خود دست می‌برند. دیدم که با استادی و مهارت منابع واقعی اطلاعاتی خود می‌پوشانند. دوستان به هم بدبین می‌کنند. با پخش شایعات از طریق همکاران خود بدبینی عمومی دامن می‌زنند. افکار و اندیشه هایی که رأی واقعی آنان نیست بیان می‌کنند تا نامستقیم نتیجه گیری هایی در ذهن قربانی القا کنند. برای بدبین کردن قربانی و وادار کردن او به تسلیم به او وانمود می‌کنند که همه مأمورند و همه چیز به فرمان آنهاست. دیدم که برای طبیعی جلوه دادن مصاحبه‌های اجباری شگردهای پیچیده دارند و استادانی به مهارت صحنه پردازان و کارگردانان خوب تئاتر و سینما در اختیار آنهاست. دیدم که نوشتن نامه‌ها و متن‌های گوناگون و حتی نوشتن متن بازجویی را به اجبار شکنجه به قربانی تحمیل می‌کنند. دیدم که به هم دروغ می‌گویند و قربانی را وادار می‌کنند که به بازجوی دیگر یا مقامی بالاتر دروغی بگوید که آنها ساخته‌اند. به مثل آقای هاشمی در بازداشت دوم برادرم اسماعیل را وادار کرد که به یک مقام بالاتر از او با چشم‌های بسته دروغی بگوید که خود به او یاد داده بود. متونی را به من دیکته کردند که تنها به درد فریب دادن همکارانشان می آمد و یا فریب دادن مورخی احتمالی. کارشان به وزارت حقیقت در 1984 اورول شباهت می برد. دیدم که تاریخ جلسه های بازجویی و تاریخ نامه ها و اسنادها به دروغ می نویسد. بازجویی ها و مصاحبه من در آبان ماه به تاریخ شهریور ماه ثبت می شد. دیدم که قربانی را وادار می کنند از بازجوی خود تشکر کند. نامه ای به خط و امضای من که در پرونده هست و نامه ای به خط و امضای سعیدی سیرجانی که چاپ شد. دیدم که قربانی را به اجبار شکنجه وادار می کنند که ندامتنامه های گوناگون بنویسد و در مقابل دوربین ویدیو بخواند و زمین و زمان را متهم و از رهبر تقاضای عفو کند. دیدم که پرونده های گذشته قربانی تغییر می دهند و او را وادار می کنند که اسنادی را بنویسد و امضا کند که گذشته و هویت او را دیگر می کند. دیدم که گزارش های دروغین می نویسند و برای توجیه طرحها و اشتباهات خود مدرک سازی می کنند. نمونه ای جالب از این دست جعل برگه اجازه ورود موقت برای من با مهر سفارت ایران در اشقاباد ترکمنستان است
که به مطبوعات ارائه دادند تا دلیلی باشد برای اثبات داستان خنده‌دار سفر من از آلمان به ترکیه و ترکمنستان. نمونه این جالبتر مهر جعلی فرودگاه هامبورگ است بر گذرنامه من. به زمانی که نامه 14 دی ماه می نوشتم گمان می کردم که عکس پاسپورت من را تغییر داده و یکی از مامورانشان به جای من به سفر فرستاده‌اند تا پاسپورت من مهر ورود فرودگاه هامبورگ داشته باشد. همین را در آن نامه نوشتم. بعد دانستم که چنین نبوده است. حدس من نادرست بود. هیچ کس با پاسپورت من به آلمان نیامده بود. آنها مهر را جعل کرده بودند. به زمانی که کارزار برای رهایی من بالا گرفته بود، فرودگاه هامبورگ اعلام کرد که هیچ مسافری با نام و پاسپورت من به آلمان نیامده است. به آن زمان اینها نمی‌دانستم. دیدم که برخی اسناد پرونده را از بین میبرند و اسناد جعلی بر پرونده اضافه میکنند که مورخان آینده و حتی همکارانشان را فریب دهند. در فاصله 2 بازداشت آقای هاشمی شناسنامه جعلی به من داد به جای شناسنامه اصلی من که مصادره کرده بود. در شناسنامه جعلی جدید نام زن و فرزندان من نبود. همین شناسنامه مدرک کیهان هوایی بود برای اثبات ادعای آنان که سرکوهی برای طلاق به آلمان رفته است و قصد ازدواج مجدد داشته است و به همین رو در آلمان به هیچ کس رو نشان نداده است. بعدتر دانستم که به دوران زنده بگوری من در آن 48 روز اقتصاددانی مشهور را که ادعای چپی بودن دارد و زمانی نیز در آدین مقاله می نوشت و اکنون نیز خود در میان اپوزیسیون جا زده است به آلمان فرستاده بودند تا با ایرانیان خارج از کشور بیشتر چپی ها ملاقات کنند و به آنها بگوید که از کارزار حمایت از سرکوهی دست بردارید که این همه نقشه وزارت اطلاعات است برای گمراه کردن مبارزان. فرید داستان جالبی دارد از این مبارزه مأمور. در جلسه خصوصی کسی از او پرسیده بود که ماجرای سرکوهی از بزرگترین رسوایی‌های نظام اسلامی است. کارزاری افشا کننده استبداد، سود جمهوری اسلامی در این ماجرا کجاست؟ پاسخ به آینده حواله داده بود. به زمانی که نامه 14 دی ماه من منتشر شده بود، همه جا گفته‌های خود انکار کرده بود. یکی از استادان زبان فرانسه مجتمع جامعة الصادق نیز اینجا و آنجا حرفای آن اقتصاددان مأمور را تکرار کرده بود. خانم الهه هیکس از سازمان نگهبانان حقوق بشر به فرید گفته بود که هفته‌های اول ناپدیدی فرج فاکسی از ایران دریافت می‌کند از کسی که به او اعتماد داشته است. منبع مورد اعتماد که از اطلاعات خط می‌گرفته است به او گفته بود که ماجرای ناپدیدی فرج نقشه است و او را از طرح مسئله من برحذر داشته بود. خانم الهه هیکس بعد که واقعیت دانسته بود به عذرخواهی به خانه فرید در برلین آمده بود و ماجرا گفته بود. به زمانی که شایعه سکته مرا در زندان بر سر زبانها انداخته بودند نیز کسی از چهره‌های سیاسی ایرانی در آلمان کوشیده بود تا از طریق سبزها دولت آلمان را که پیگیر سرنوشت من بود قانع کند که پیگیری بیفایده است که فرج در زندان به سکته قلبی درگذشته است. این همه را بعدها که از زندان آزاد شدم دانستم. کارشناسان وزارت اطلاعات که در شوروی و چین و کوبا و رومانی و سوریه و آلمان شرقی و غربی و مجتمع جامعة الصادق دوره دیده‌اند و از تجربه‌های ساواک و ساواکی‌ها دوره دیده در آمریکا و موساد نیز بهره مندند، با شیوه‌های پیچیده برای بررسان احتمالی تاریخ و آینده سندسازی می‌کنند. قربانی را مجبور می‌کنند که در تمامی این دروغ پردازی‌ها آنان را همراهی کند که شلاق برترین حقیقت است. در ماجرای من کارزار بین‌المللی آنان را واداشت که برای اثبات دروغ افشا شده خود در بازداشت اول و برای خنثی کردن نامی من در بازداشت دوم شگردهای بسیار به کار ببندند. من و فریده و علی و اسماعیل برادرانم و پروین به اجبار به برخی از این گونه تمهیدها آگاه شدیم. من این همه دیدم که در این زمان و مکان که ما در آن گرفتار آمده ایم و در این جهان که بر ما تنگ است و بر اشقیا فراخ، که این جهان تا بوده بر مراد خسروها گشته و تیشه به جان فرهادها زده است. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com.
روایت زنده به گوری. از میان شکنجه های جسمی، کابل، بیخوابی، آویزان کردن، دستبند قپانی، شوک الکتریکی به خایه ها و کابل زدن وابستگان را تجربه کردم. من و اسماعیل برادرم فریادها و ناله های هم را به هنگام شکنجه می شنیدیم. 2 بار مرا در اعدام نمایشی حلق‌آویز کردند. در متنی که در مجله اشپیگل چاپ شده است نوشته‌ام که چگونه در ناامیدی و سردی مرگ در آخرین دم که طناب برگردنم بود و در هوانی معلقم کردن، کرال شادی بتهوون از سمفونی 9 با شعر شیلر که از جوانی دوست داشتم مرگی شاد به من هدیه کرد. شکنجه‌های روانی بسیار متنوع و برنامه‌ریزی شده‌اند و تنها به زبان ادبیات می‌توان آنها را تصویر کرد. کاری که در چند داستان کوتاه که به انگلیسی و آلمانی چاپ شده است و در رمانی که در دست نوشتن دارم کوشیده‌ام و می‌کوشم انجام دهم. از زجرآورترین شکنجه‌های روانی وادار کردن زندانی است به پذیرش اتهامات دروغین و مصاحبه‌های اجباری ویدیویی و نوشتن عفونامه‌های دیکته شده. این گونه جعلیات را که به ضرب و زور شکنجه‌های روانی و جسمی تولید می‌کنند، از سویی برای جنگ روانی و تبلیغات در جامعه، فریب دادن خودی‌ها و امت حزب الله لازم دارند که پیش از این گفتم. و از دیگر سو برای خرد کردن زندانی و بی اثر کردن و خنثی کردن او در صورت آزادی. آنکه به مصاحبه‌های تحمیلی و نوشتن عفونامه‌های اقرارهای دروغین وادار می‌شود، در درون خود می‌شکند، خود را سرزنش می‌کند، در درگیری با وجدان عذابی دائمی بر او آوار می‌شود، اعتبار و تاثیر خود به هنگام پخش مصاحبه و چاپ عفونامه‌ها و اقرارهای دروغین در جامعه نیازمند قهرمان و شهید از دست می‌دهد. جامعه استبداد زده ایرانی از تخریب انسان‌ها لذت می‌برد. اشقیا این همه می‌دانند، گاه که مصاحبه را پخش و عفونامه‌ها را چاپ نمی‌کنند و با بسیاری در 20 ساله اخیر چنین کردند. قربانی در بیم و هراس انتظار مدام زندگی می‌کند، اغلب غیر فعال و خنثی می‌شود. اشقیا این نیز می‌دانند و در این 20 ساله از این شیوه بهره‌ها گرفته‌اند. تمرین بیان و حرکات برای مصاحبه، حفظ متن مصاحبه که جلادان می‌نویسند، رونویسی متن‌نامه‌ها و اقرارهای دروغین، پذیرش اتهامات دروغ شخصی و سیاسی و اخلاقی، زجر و توصیف ناشدنی است. این همه بود که در نامه 14 دی ماه نوشتم که زندان‌های جمهوری اسلامی از زندان‌های شاه وحشتناک‌ترند که به دوران پهلوی ما را برای گرفتن اطلاعات در بازجویی‌ها شکنجه می‌دادند یا برای غیر فعال کردن در زندان‌ها، اما به دوران جمهوری اسلامی این همه هست و نیز شکنجه برای مصاحبه و عفونامه، برای خرد و خنثی کردن، برای دگرگون کردن هویت قربانی برای ضبط ویدیویی مصاحبه اجباری باید بارها و بارها تمرین کند، در سلول، نزد بازجو، سر صحنه. تمرین‌ها سخت‌تر از تمرین‌های تئاتر و سینماست. بیان و لحن، حرکت‌ها و حالات و حتی سمت و سوی نگاه قربانی چون فیلم و تئاتر دیکته و تمرین می‌شود. و البته با این تفاوت که در تئاتر زندان توحید و اوین و مقرهای مخفی وزارت اطلاعات ایران، کارگردانان هنرپیشه‌های نگونبخت را شکنجه می‌کنند تا بهتر و طبیعی‌تر بازی کنند. همکاری آدینه با اشقیا. قربانی می‌شدی و بی‌پناه و درمانده و شکسته، اما همه این نبود. گاه چنان زخم می‌زدند که عفونت چرکین آن نفس می‌برید. در آن 48 روز زنده به گوری، زمانی که اعلام شده بود که سرکوبی در آلمان است و قصد کشتن مرا داشتند، مجله آدینه که سردبیر و از بنیانگذاران آن بودم و 11 سال عمر را در آن گذاشته بودم، در بخش خبری خود اعلام کرد که سرکوبی در آلمان دیده شده است. در آن زمان جز نشریاتی چون جمهوری اسلامی و کیهان هوایی و رسالت و صبح و از این دست نشریات وابسته به حکومت و وزارت اطلاعات، هیچ کس در ایران و دنیا با ادعای دروغین در آلمان بودن سرکوبی که در کارزار تبلیغاتی آن زمان زمینه‌ساز کشتن بی درد سر من بود، هم نوایی نکرد. جز مجله آدینه. مجله‌های کیان و ایران فردا به سردبیر شمس الواعظین و عزت الله صحابی در آن موقعیت دشوار دلیرانه در هر شماره خود به بهانه‌های گوناگون می‌پرسیدند که بر سرکوبی چه رفته است که آدینه آن خبر را چاپ کرد. برادرم اسماعیل که توطئه دریافته بود و معنای چاپ این خبر به ویژه در آدینه می‌دانست، به دفتر آدینه رفته بود و از آقایان غلام حسین زاکری و مسعود بهنود پرسیده بود که کدام خبرنگارتان فرج را در هامبورگ دیده است که نوشته اید. جواب سربالا داده بودند.
تقاضا کرده بود که به عنوان برادر در چند سطح خبر را تکذیب کند. رد کرده بودند. خواسته بود که با پرداخت پول تکذیبنامه‌اش را به عنوان آگهی چاپ کنند. رد کرده بودند. از دفتر مجله بیرون آمده بود و در خیابان گریسته بود. اسماعیل چند بار به دیدار آقای مسعود بهنود رفته بود که مهربان بود با او. اسماعیل میگفت که آقای بهنود غمگین بود و نگران طور تضاد بین آن رفتار دوستانه و آن همراهی با اشقیا را در چاپ آن خبر نفهمیده بود. این اما با خصوصیات آقای مسعود بهنود می‌خواند که گاه که پای ارتباطات او در میان نبود مهربان بود. آقای زاکری اما همیشه و با همه کس، فریده و مادرم و برادرم و حتی با دیگرانی که گهگاه یاد من می‌کردند، خشن بود و به درشتی سخن گفته بود. آقای زاکری عامل آنها نبود و هرگز ندانستم که او را با چه ترفندی به چاپ آن خبر واداشته بودند. در بار دوم بازداشت من نیز قصد خوشخدمتی دیگری هم داشتند که اسماعیل خنثی کرده بود. این نیز به جای خود روایت می‌کنم. در زندان مخفی اشقیا زنده به گور بودم که صفحه آخر خبر آدینه را آقای هاشمی به من نشان داد تا بنمایاند که تا چه حد قدرت و نفوذ دارند و تا کجا عامل. ضربه سختی بود. در آن موقعیت دشوار نشریاتی چون کیان و ایران فردا خطر می‌کردند و اینجا و آنجا در هر شماره خود به نشانه حمایت از همکاری که در آستانه مرگ بود، خواستار روشن شدن وضعیت من می‌شدند که ناپدید اعلام شده بودم. بسیاری از نشریات سکوت کردند که قابل فهم بود و پذیرفتنی. زخم همنوایی گردانندگان آدینه با اشقیا در کشتن من، اما اگر فهمیدنی هم بود، درمان ناپذیر بود. چه ها که ندیدیم در این جهان که ما در آنیم و بر ماست. بگذاریم که شب‌های زجر را گذراندیم و زنده ایم. ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. کارزار گسترده. 48 روز زنده به گور بودم و بیخبر از همه جا، اما نقشه ناپدید کردن من از همان گام اول ناکام می‌ماند. پروین به فریده میگوید که مرا در فرودگاه تهران گم کرده است. آقای حمیدرضا رحیمی که به استقبال من به فرودگاه هامبورگ رفته بود، فریده را مطلع می‌کند که من در میان مسافران نبودم. پروین را تحت فشار می‌گذارند که بگوید که من از آلمان به او زنگ زده‌ام. فریده 1-2 روز به این در و آن در می‌زند. بعد خبر دستگیری مرا در فرودگاه مهرآباد تهران اعلام می‌کند. هوشنگ در تلفن به فریده می‌گوید که در ایران تیرشان به سنگ خورده است و او هر کاری می‌تواند باید بکند که خطر جدی است. کارزاری آغاز می‌شود که به تقریب همه ایرانیان خارج کشور و تمامی نهادهای حقوق بشری و نهادهای نویسندگان و روزنامه‌نویسان جهان در آن حضور فعال دارند. فریده که در این مبارزه خوش درخشید، گوشه‌هایی از این کارزار را در مقاله‌ای با عنوان مبارزه کردیم و پیروز شدیم نوشته است که در کتاب دوم زندان آمده است و من این حکایت مکرر نمی‌کنم. اسماعیل برادرم و مادرم در ایران کار را دنبال می‌کنند. خانم سیمین دانشور همه جا یار اسماعیل است. جهان ادعای اشقیا را که سرکوهی در آلمان است و نه در زندان نمی‌پذیرد. مبارزه پیگیر ایرانی‌های خارج از کشور و فریده در آلمان و علی برادرم در سوئد، موریس فرحی در لندن، آرن رود در سوئد و توماس دریگر در آلمان، برخی دوستان دیگرم در PEN و خبرنگاران بدون مرز و لیگ حقوق بشر و عفو بین‌المللی ثمر می‌دهد. در این کارزار در همه شهرهای اروپا و آمریکا ایرانیان نقشی کارساز داشتند و شمار فعالان ایرانی این مبارزه چندان است که بردن نامشان را کتابی باید. کار به محافل جهانی روزنامه نویسان و نویسندگان می کشد و به اتحادیه اروپا، برخی نهادهای بین المللی و برخی رسانه‌های مهم غربی مرا از پیش می شناختند. با عفو و لیگ حقوق بشر آلمان در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران چند سالی محرمانه همکاری کرده بودم. برخی رسانه‌های غربی از جمله اشپیگل و تاکس سایتونگ در آلمان و دوگنس نیهیتر در سوئد مصاحبه‌هایی با من چاپ کرده بودند. عفو بین‌المللی PEN اینترنشنال و مراکز آن در جهان، خبرنگاران بدون مرز، WAN و IPI و پارلمان جهانی نویسندگان و بیشتر رسانه‌های غربی مسئله مرا پیگیری کردند. بعد از آنکه فرودگاه هامبورگ گفته‌های فریده و آقای رحیمی تایید کرد که مسافری به نام سرکوهی به آلمان نیامده است، کار حتی به دخالت شرکت‌های بیمه و شرکت حمل و نقل بین‌المللی کشید. مسافری در هواپیما گم شده بود. داستانشان هم احمقانه بود.
کسی به آلمان آمده بود و خود را از همه کس حتی از بچه‌های خود مخفی کرده بود. چرا؟ افتادند به توجیه و کارشان خرابتر شد. نامه‌ای نوشتند خطاب به پروین اردلان و مرا وادار کردند که آن را رونویسی و امضا کنم. نوشته بودند که من در آلمان هستم، قصد طلاق دارم، خود را در خانه دوستی مخفی کرده ام. از فرصت رونویسی استفاده کردم و به عمد چند غلط مصطلح که پروین می‌دانست هرگز به کار نمیبرم در نامه گنجاندم. یکی دو نکته دیگر هم. پروین سالها در آدینه با من کار کرده بود و شیوه مرا در نوشتن و ویراستاری می‌دانست. نامه را با پست به خانه آنها برده بودند که از آلمان آمده است. پروین به یک نگاه فهمیده بود که نامه جعلی است. او را تحت فشار گذاشته بودند که نامه را به این و آن نشان دهد. دلیرانه ایستاده بود و همه زخم زبانها و تهدیدها تحمل کرده بود و تن به خواستهای آنان نداده بود. تنها به برادرم اسماعیل که پیگیرانه در تهران رد پای مرا دنبال می‌کرد و به آب و آتش می‌زد، ماجرای نامه گفته بود و غلط‌ها را نیز به او گفته بود. آقای غلام حسین زاکری مدیر مسئول آدینه پیگیر چاپ نامه در آدینه بود و مصرانه از اسماعیل نامه را خواسته بود و اسماعیل گفته بود که از نامه خبر ندارد و دانسته بود که با وزارت اطلاعات در ارتباطند وگرنه از کجا ماجرای نامه می‌دانند. اشعیات و داستان ناپدیدی من جا بیاندازند به هر دری زدند، حتی چاپ خبر دیده شدن من در آلمان در مجله آدینه. اما سر و کارشان با مجامع جهانی افتاده بود که این بار معامله نکردند. رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللیشان بریدند. پروین و اسماعیل و مادرم در ایران و فریده و علی برادر دیگرم در اروپا و همه دوستان ایرانی و اروپایی من از همان لحظه ناپدید شدنم گام‌های تبلیغاتیشان خنثی می‌کردند. در برنامه‌هایشان حساب خیلی از چیزها را نکرده بودند. برادر و مادرم در ایران شجاعانه به میدان آمدند، پیش‌بینی نکرده بودند. فریده چنان فعال شد و چنان توانایی و درایتی در کار کرد که شگفت‌انگیز بود. پروین در برابر فشارهایشان مقاومت کرد. آن تش‌ها و اختلافات که به هنگام زندانی کردن آقای سعیدی سیرجانی در خارج از کشور پای جنبش همگانی سست کرده بود، این بار دیده نشد. بیشتر ایرانیان مقیم در خارج از کشور از همه توان و وقت و نیرو و امکانات خود مایه گذاشتند. عواملشان در داخل و خارج از کشور نتوانستند دامنه گسترده مبارزه فریده و ایرانیان مقیم در خارج از کشور را مغشوش و محدود کنند. ترفندهایشان از شایعه پراکنی تا دامن زدن به تردیدهای نابجاکاری از پیش نبرد. محبوبیت آدینه و هوشیاری روشنفکران و مردم ایران را به حساب نیاورده بودند. رسوایی جهانی به بار آوردند. اتحادیه حمل و نقل جهانی گفته بود که اسناد فرودگاه تهران حکایت از سوار شدن من به هواپیما دارد و اسناد فرودگاه‌های آلمان حکایت از آن که مسافری با نام و پاسپورت من از هواپیما پیاده نشده است. پس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی استاندارد نیست که مسافری در آن گم می‌شود به هنگام پرواز. تا از فشار افکار عمومی جهان بکاهند و خود را از نتایج عمل ناسنجیده خود برکنار دارند بران شدند که مرا برای مدتی کوتاه آزاد کنند. مقامات رسمیشان گفته بودند که سرکوبی در آلمان است، پس توجیهی می‌خواستند. غیبت مرا. داستانی بافتند چنان پرتناقض و باور نکردنی که رسواییشان دو چندان کرد. من اما در زندان مخفی در انتظار مرگ بودم و از این همه بیخبر و کار را تمام شده می‌دانستم. زنده به گور و از همه جا بیخبر بودم تا پس از 48 روز آمدند و گفتند که مرا آزاد می‌کنند. به این شرط که به همه بگویم که در آلمان بودم و از آنجا به ترکیه و ترکمنستان رفتم تا ویزای کانادا بگیرم و پاسپورت خود در ترکمنستان گم کردم و از اشخابات ترکمنستان به ایران بازگشتم. اسناد مسافرت ترکمنستان هم جعل کرده بودند. داستانشان مضحکه‌ای بود. از ناگزیری و هوش کم. هیچ کس چنین دروغ شاخداری باور نمی‌کرد، اما چه می‌توانستند کرد؟ ناباورانه پذیرفتم چه می‌توانستم کرد؟ درایت بود یا ناگزیری یا هر دو. با صحنه پردازی‌هایی در فرودگاه مهرآباد مرا آزاد کردند. در برزخ، روانشناسی انسان استبداد زده، از 30 آذر 1375 که مرا آزاد کردند تا دستگیری دوباره در 8 بهمن، تلخ‌ترین روزهای زندگی من بود. درمانده و خرد شده، از پای و از نفس افتاده بودم. درد و رنج شکنجه ها، شناعت و پرونده سازی ها و مدرک سازی ها، 48 روز زنده به گوری و با وحشت انتظار مرگ محتوم زیستن، اعدام نمایشی، زخم عفونی مصاحبه های اجباری و پذیرفتن اتهاماتی چون جاسوسی، زجر بی حرمت کردن انسانیت و عشق، یأس از اعتمادهای ذوب شده. چه میماند از آدمی؟ در این میان
پذیرفتن اتهام ناروای جاسوسی و مصاحبه‌های تحمیلی ویدیویی برای من که 8 سال از جوانیم در مبارزه به خیال عدالت و آزادی و استقلال علیه دیکتاتوری شاه در زندان گذاشته بودم. شکنجه‌ای دهشتناک بود. پس از مصاحبه‌ها حال دختر باکره‌ای را داشتم که خرس یا خرس مردانی خشن و وحشی به او تجاوز کرده اند. رازی کشنده، دردی عفونی که به کس نمی‌شد گفت. فاصله 2 بازداشت که 1 ماه و اندی بود قرنی بر من رفت. درگیر خود بودم و تحت نظر مدام اشقیا. برخورد ناجوان مردانه برخی دیدم که آسودگی و راحتی وجدان خود در محکوم کردن قربانی می دیدند و نه در انتقاد از ظالم که از او می ترسیدند. تحلیل هایی شنیدم که با برشمردن ضعف‌های واقعی و جعلی قربانی که این بار من بودم جلاد را توجیه می کردند. شلاق اشقیا نمی دیدند و آبشخورشان شایعه هایی بود بر ساخته اشقیا. نمیدانستم که بر من چه ها رفته است و کوردلانه بر شهرتی که ناخواسته نصیب من شده بود حسادت می کردند. همدردی کیمیا بود و بی پناهان ترد که جهان بیرحم است با عاشقان و شکستگان و سوداییان. 2 بار دست به خودکشی زدم که نشد. زنده ماندم. در پرتو مهربانی بی‌دریغ دوستانی معدود، علی و نگار سلطانی، علی یاشار، اسماعیل، پروین، مادرم و خویشاوندانی که مهر و رفاقت تمام کردند. و نیز در پرتوی عشقی که در تهران زخم و درد از آب و گل در آمد. رنگین کمانی 1000 رنگ از مهر و فداکاری و از خودگذشتگی در شبان تاریک بیپناهی و سرگشتگی تهران. و نیز در پرتوی قلب عاشق و مهربان و واگذشت فریده که در برلین می تپید. خانه علی و نگار و دلداری های هوشنگ پناهم بود و گریزگاه هم از انزوایی که آغاز مرگ بود. در همان روزها بود که تصمیم گرفتم نامه 14 دیمار را بنویسم، مهر سکوت بشکنم و راز اشقیا آشکار کنم. زخم و درد و عفونت را در همه کوچه ها و خیابان های جهان فریاد کنم که اگر فریاد رسی نیست، دست کم تاریخ را سندی باشد در باب سرکوب اشقیا و جهان از آنچه بر من و بر ما می رفت آگاه شود. مصاحبه های اجباری از کاراترین ابزارهای اشقیا بود. تا آن زمان هیچ کس در داخل کشور از شقاوت وزارت اطلاعات به آشکار نگفته بود و ننوشته بود و حتی اشاره به نام این دستگاه عظیم و قدرتمند سرکوب تابو بود. کسی باید از جان و آبرو مایه می‌گذاشت، تابو می‌شکست و رازشان بر سر بازار حقیقت می‌گفت. آخرین تیر به هنگامی که چتر سیاه مرگ بر سر داری. کسی باید که با داو گذاشتن هستی و اعتبار خود به بهره‌گیری اشقیا از روانشناسی انسان استبداد زده پایان می‌داد. آخرین تلاش به هنگامی که چشم باز گور چشم انتظار بیتاب توست. حسادت و خود بزرگبینی و نفی دیگران از مؤلفه های روانشناسی مردم استبداد زده است. روانشناسی استبداد زده در خود به چشم نقد می نگرد. با پذیرش شایعه هایی که در زرادخانه های جنگ روانی اشقیا یا در خیال بیمارگونی انسان استبداد زده علیه قربانی ساخته و پرداخته می شود، خود را توجیه می کند. اشقیا هر از چندی به خیل بیپناهان حمله می کردند و یکی را برای قتل فرهنگی، مصاحبه و ندامتنامه و یا قتل فیزیکی و یا هر دو برمی‌گزیدند. و بیپناهان را در انتظار نوبت خود به بحث‌ها درباره ضعف‌ها و اشتباهات قربانی مشغول می کردند. می رسید گاه کار به جایی که می گفتند اگر فلانی در حد ما مشهور و معروف بود، اگر محتاط بود، اگر این یا آن اشتباه نکرده بود، اگر این یا آن ننوشته بود، اگر این یا آن ضعف واقعی یا فرضی نداشت، اگر این یا آن مسافرت نرفته بود، اگر این یا آن رابطه نداشت، اگر این و آن کرده بود و آن و این نکرده بود، اکنون زنده بود و آزاد. ما که برای حکومت خطرناکتریم، ما که مبارزتریم، ما که مؤثرتریم، ما که آثار بیشتری چاپ کرده ایم، ما که مشهورتریم، ما که سرسختتریم، ما که اینیم و آن کرده ایم و این، زنده ایم و آزاد، پس او که در بنده است خود به دام اشتباهات و ضعف‌ها و گمنامی خود افتاده است. آرامش وجدان و توجیه سکوت خود در نفی قربانی می‌دیدند. حتی به شهرتی که به رغم خواست قربانی ناخواسته برای او حاصل می‌شد حسادت می‌کردند. قربانی را که صید اشقیا بود سرزنش می‌کردند، نه قاتل و صیاد و شکنجه‌گر را. به جای سرزنش اشقیا که صید خود را بر معیارهای خود انتخاب می‌کردند، اول از خود می‌پرسیدند که چرا او را انتخاب کرده اند، نه آن را و نه ما را که مهمتر و ترین.
نفس شکار و صید انسانها و کار صیاد را که زشت بود نمی‌دیدند و به جای دفاع از قربانی و حمله به صیاد به جوانب شکار می‌پرداختند و به ضعف‌های صید. با خود نمی‌گفتند به مثل که شاید معیارهای انتخاب اشقیان نمی‌دانیم، که عالم به اسرار نیستیم، که برکرده کسان در استبدادگاه نیم و پلیس مراقب چه بسا آگاه‌تر از ماست. نمی‌گفتند که کسی از ما به مسلخ برده اند و آن که مقصر از جلادان و آدمکشان و شکنجه‌گرانند، نه قربانی، زبان بریده و دست از همه کوتاه شده، تا گریبان خیش از سرزنش وجدان خود رها کنند که فرمان به حمایت قربانی میداد، مشتاقانه بازی می‌خوردند. گاه خود به ناباوری می‌زدند، گاه دانسته‌های خود مطلق می‌پنداشتند. اشقیا روانشناسی جامعه مظلومکش و کوتوله پسند ما خوب می‌دانستند که قهرمان ملی آن رستم پسرکش است. اشتباهات و ضعف‌های راست و دروغ قربانی را به یاری عوامل خود در جامعه روشنفکری چنان جا انداختند که بحث‌ها بر شخصیت و اشتباهات قربانی متمرکز شود و نه بر قدرت شلاق و شکنجه و سفاکی اشقیا. در فاصله 2 بازداشت مرده متحرک بودم، رغبتی به دیدار کس نداشتم، تحت نظر بودم و نمیخواستم با دیدار از این و آن توجه اشقیا را به کسان جلب کنم. دوستان نیز جز آنها که نام بردم از دیدار میترسیدند یا صلاح نمیدیدند که میدانستند مرا تحت نظر دارند. فرار مردمان از مرده به گمانم از غریزه گریز از مرگ می آید. ترس را می شناختم. چه کسی به اتاق اعدام می رود؟ مرده بودی یا در انتظار مرگ، پس سراغت نمی گرفتند. اما آنچه جان می فرسود و دل می شکست، نه این گونه احتیاط ها و دوراندیشی ها و ترس ها و مصلحت اندیشی ها، نه تنهایی و انزوا، که عوارض همان روانشناسی انسان استبداد زده بود که با بخل و حسادت و کوته‌بینی ها در هم می آمیخت و چون تیغی برهنه بر جگر خسته می نشست. مصاحبه های اجباری. وادار کردن قربانیان به مصاحبه های اجباری از سال 1360 به بعد در ایران شیوه‌ای رایج بود. بسیاری را دیدیم پس از مجبور شدن به این گونه مصاحبه ها که خرد شده اند. بسیاری که از ترس پخش مصاحبه ها و چاپ ندامتنامه های اجباری بی اثر و گوشه نشین. بسیاری که پس از پخش مصاحبه ها مطرود و منزوی، حذف از شایعه پراکنی و انتشار خبرهای دروغین و تهمت و افترا آغاز می شد تا وادار کردن قربانی به مصاحبه اجباری. در یاد زمانی می ماند که در آن ایام روزنامه ها و هفته‌نامه هایی بودند که به تقریب هر هفته و هر روز دشنام نامه ها و کیفرخواست هایی علیه نویسندگان و روزنامه نویسان مستقل صادر می کردند. مرگ ما می خواستند. به پشتوانه های معنوی و مادی اشقیا پشتگرم بودند. خلایق را به معدوم کردن ما می خواندند. سربازان تهاجم فرهنگی بودیم و عضو همه جاسوسخانه های خودی و بیگانه و مرتکب همه فسادهای اخلاقی دنیا. تهاجم فرهنگی مفهومی انتزاعی بود. توده ها را نمونه های عینی و واقعی از دشمن خائن باید نشان داد تا متحد شوند. تبلیغاتشان بی مصاحبه های اجباری و نوشتن راست و دروغ درباره ما و بی شایعه پراکنی در باب زندگی خصوصی ما چندان به کار نمی آمد. تولید نمونه های عینی و واقعی مهاجم فرهنگی از اهداف اصلی مصاحبه های تلویزیونی بود. خرد کردن چهره های مؤثر منتقد نیز. مشهورترها و خطرناکترها، سازش‌ناپذیرترها طعمه های مطلوبشان بودند. مؤثرترها و با نفوذترهای سرسخت‌تر را برمی‌گزیدند و شایع می‌کردند که قربانیانشان را به دلیل ضعف‌هایشان انتخاب کرده‌اند. اطلاعات و معیارها و شناختشان از افرادگاه با دانسته‌ها و پیش‌داوری‌ها و داوری‌های ما هماهنگ نبود. گاه در گزینش‌های خود اشتباه می‌کردند، اما از مغایرت‌ها نیز بهره می‌جستند تا موضوع بحث از سفاکی جلادان به اشتباهات و ضعف‌های قربانیان بگردانند. از دهه 40 تا انقلاب اسلامی زندانیان سیاسی را جز در مواردی انگشت شمار به نوشتن توبه‌نامه و ندامتنامه و مصاحبه مجبور نمی‌کردند. شکنجه‌ها بیشتر در بازجویی‌ها بود. کسانی در میان زندانیان آزادی خود از زندان را با ندامت و نوشتن عفونامه و مصاحبه می‌خریدند.
دیگران در اینان به چشم ضعیفان و عهدشکنان و بریدگان مینگریستند. جمهوری اسلامی پا را پیشتر گذاشت و قربانیان را با شکنجه‌های طاقت‌سوز به مصاحبه و ندامت و عفونامه نویسی مجبور می‌کرد. فضای سیاسی اپوزیسیون و روشنفکری ایران این تفاوت مهم چندان در نیافته بود که فرق است بین آنها که رهایی از زندان را بدون شکنجه با انکار خود و دیگران آزادانه، البته اگر انتخاب آزاد در زندان ممکن باشد، معامله می‌کند با آنکه بسته بر تخت شکنجه و به رغم خواست خود به رونویسی یا بازگویی آنچه جلادان نوشته‌اند مجبور می‌شود. اشقیا این می‌دانستند و با وادار کردن قربانیانشان به مصاحبه‌ها و ندامتنامه‌های اجباری او را خرد، خنثی، منزوی و بدنام می‌کردند. روانشناسی انسان استبداد زده نیز آسودگی وجدان خود در محکوم کردن قربانی می‌دید که بی خطر بود و آدمی را با شاخ گاو درنده اشقیا در نمی‌انداخت. تئوری توطئه هم بود، کاسه زیر نیم کاسه هم بود. کسی را به قتلگاه می‌بردند و شایعه‌ها می‌پراکندند که به مثل قصد معروف کردن او دارند، که به مثل این و آن ضعف داشته و آن و این اشتباه کرده است. قربانی در بیدادگاه اشقیا چوب عقیده و نفوذ و کارایی خود می‌خورد و روانشناسی انسان استبداد زده که بسا ملعبه عوامل اشقیا بود و بازی خورده روان جمعی ریاکار و مظلومکش جامعه ایرانی او را به گناهان ناکرده محکوم می‌کرد و به ضعف‌های بشری که دارند و می‌پوشانند. اغلب نمی‌پرسیدند به مثل که اعتیاد به مواد مخدر و لواط مورد آقای سعیدی سیرجانی یا عشق نامشروع مورد من را حتی اگر درست باشد به پلیس سیاسی و وزارت اطلاعات چه که وظیفه‌اش کار در محدوده امنیت ملی است. نمی‌پرسیدند و به خود نمی‌نگریستند به انصاف که ذات بی‌نقص و گل بی‌خار خداست. قربانی در دو بیدادگاه اشقیا و روانشناسی انسان استبداد زده محکوم می‌شد و جلادان به کار خود مشغول. ترس هم بود و مصلحت اندیشی. پس با هر مصاحبه‌ای پخش شده یا نشده انسانی خرد و خاموش می‌شد و بی اثر. دیگران نیز مدتی می‌ترسیدند و چند صباحی در خانه سکوت زیج می‌نشستند. کسی زجر و درد قربانی نمی‌دانست و آنها را که می‌دانستند زبان گفتن بسته بود. از مهمترین دستاوردهای مصاحبه‌های اجباری یکی هم تولید نمونه عینی و واقعی مهاجم فرهنگی بود برای توده‌های حزب الله که بحث‌های انتزاعی درباره تهاجم فرهنگی را درک نمی‌کردند. با هر مصاحبه نمونه‌ای از مهاجم فرهنگی به توده‌ها نشان داده می‌شد که به تمام رذیلت‌ها و فسادها و خیانت‌ها و کثافت‌های شخصی و اجتماعی آلوده بود. عامل بیگانه بود و دست در دست اجنبی و دشمن مردم. همکاران مطبوعاتیشان به آشکار در بوق می‌دمیدند و عوامل مخفیشان درباره قربانی تخم تردید در ذهنها می‌کاشتند. جهان به مرادشان بود. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. شب چله دوستی. شبی که از زنده به گوری رها می شوم، پروین و علی و نگار به دیدنم می آیند و اسماعیل و خانواده فریده و فرزانه و هوشنگ. آزاد که می شوم به فریده زنگ می زنم و به بچه ها و به برادرم و پروین و به هوشنگ. مختصر می گویم که آزاد شدم. خرد شده و کوفته از تابوت در آمده ام. می دانم که آزادی موقتی است. پناهی نیست. خانه‌ای تحت نظر، تنهایی و سایه مرگ بر سر. شب چله است. زنگ می زنند. فرزانه طاهری است و هوشنگ. با همان پیکان که گاه به سختی روشن می شود. فرزانه رانندگی می کند. مثل همیشه. می آیند بالا. فرزانه می گوید گفتیم آجیل شب چلمونو خونه فرج بخوریم. هندوانه هم آورده اند.
هوشنگ می نشیند روی کاناپه، پشت به کتابخانه. من با چشمهایم اشاره می کنم به سقف که یعنی شنود هست. می داند. فکر می کنم که دیوانگی و خطر کرده اند. هوشنگ چند بار پشت سر هم می گوید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سعی می کنم معنی نگاهش بفهمم. نمی توانم. در چشمانش چیزی است که درک نمی کنم و در لحن صدایش وقتی می گوید الله اکبر. بعدها برایم می گوید که آن شب تو را نشناختم، که چهره مسخ شده، دستهای لرزان و رنگ و نقش مرگ بر پیشانی من، بی اختیار الله اکبر را بر زبان او جاری می کرده است. لابد می خواسته اعجاب خود را بیان کند. چگونه می توان در 48 روز با کسی چنین کرد؟ شاید هم حرف دیگری به ذهنش نمی رسیده. شاید هم نمی خواسته چیزی بگوید، به رعایت من یا به رعایت پدر فریده و اسماعیل و پروین که آنجا بودند. فرزانه سکوت می شکند. چند شوخی درباره سوغاتی ترکمنستان. پس سوغاتی سفرات کو؟ هوشنگ می پرسد. به فریده زنگ زدی؟ نگاهش مهربان می شود. می گوید حالا در این خانه نمان. تنهایی خوب نیست برات. بیا خانه ما. رو می کند به فرزانه و می گوید لاغر هم شده انگار. بعد سعی می کند شوخی کند. می خواهند بیشتر بمانند. تعارف نمی کنم. زودتر بروند بهتر است. خانه امن نیست. می گویم که تنها نمی مانم. از فامیل کسی می ماند. قراری نمی گذاریم برای بعد. می گویم زنگ می زنم فردا اگر... ادامه نمی دهم. می گوید می مانی. فهمیده است که می خواستم بگویم اگر زنده ماندم. نگاهش مهربان است. حکایت چاپ خبر در آلمان بودن من در آدینه و برخورد آقای زاکری با کسان و حکایت آن شب چله گفتم تا بدانند ابناء روزگار که این جهان که ما در آنیم از بسی نامردمان و مردمان یادگار است. روزهای بعد به شدت تحت نظر بودم. به راههای گوناگون می‌کوشیدند مرا خرد کنند. احضارهای بیدلیل، تلفن‌های سکوت و تعقیب‌های آشکار که ما هستیم. می‌ترسیدند که ماجرا با کس بگویم. پا به پای من پروین را نیز آزار می‌دادند. می‌گفتند که باید ازدواج کنید. می‌خواستند داستان‌های خود مستند کنند. در پاسخ به این سوال که اگر سرکوهی در آلمان بوده است چرا با هیچ کس تماس نگرفته است؟ گفته بودند برای طلاق رفته است و قصد ازدواج مجدد داشته است. و اکنون می‌خواستند سناریوی خود را عملی کنند. پروین رهایی از آزارهایشان را سرانجام مخفی شد. نامه 14 دی‌ماه. به همه کس و همه چیز بدبین بودم. به بهانه دیدن مادرم به شیراز رفتم و نامه 14 دی‌ماه 1375 را در خانه مادرم در شیراز نوشتم. برادرم اسماعیل عصرها در شرکت خصوصی حسابداری می‌کرد. کلید شرکت داشت و شبانه نامه را برای دوست فریده، خانم نسرین وسیری به آلمان فاکس کرد. کارکرد نامه 14 دی‌ماه که برنج نامه فرج سرکوهی شهره شد، در داخل و خارج از کشور، محتوا، شیوه نگارش، لحن روایی و تصویر و صادق آن، دامنه گسترده پخش آن به فارسی و عربی و آلمانی و انگلیسی و فرانسه و سوئدی و دانمارکی در رسانه‌های بزرگ، تأثیری که در افشای استبداد حاکم بر ایران داشت و این نامه را به سندی تاریخی مبدل کرد و به مدرکی مهم در کارزاری که برای دموکراسی ایران و برای نجات جان من در جریان بود. برای اولین بار کسی از داخل کشور گوشه‌ای از جهنم وزارت اطلاعات را تصویر می‌کرد. تابو شکسته بود. به هنگام نوشتن آن نامه اما من هیچ در ذهن نداشتم جز آنکه آن عفونت و چرک از جان بشویم
و واقعیت آن 48 روز زنده به گوری بنویسم و سفاکی‌ها که اشقیا با من و با ما کردند به تاریخ ثبت کنم و حربه مصاحبه‌ها و عفونامه‌های اجباری که 20 سالی به کار گرفته بودند خنثی کنم. آن جانهای پاکی که در این 20 ساله با شکنجه به مصاحبه‌های اجباری و عفونامه‌نویسی‌های تحمیلی وادار شدند، فرصت آن نیافتند که حکایت دوزخ سربازان گمنام امام زمان بازگویند. بسیاری اعدام شدند، بسیاری در زندان و بسیاری در سکوت و انزوای دردناکشان خاموش ماندند. بسیاری را شرم و ترس از واکنش دوستان به سکوت وادار کرده بود. در میان لایه‌هایی از روشنفکران و فعالان سیاسی اپوزیسیون تن به مصاحبه‌های اجباری و عفونامه‌های تحمیلی دادن نشانی بریدن بود و ضعف و بزدلی و عهد شکنی. فرق نمی‌گذاشتند میان آن کس که به انتخاب خود برای کسب امتیازاتی یا به ندرت از سر دگرگونی فکری عفونامه می‌نویسد و مصاحبه می‌کند با آن کس که به اجبار، شکنجه و دار مرگ به حضور در این نمایش دردآور مجبور می‌شود. بی‌رحم‌ترینشان در برخورد با قربانیان حتی یک کابل نخورده بودند. چنین بود که بسیاری از قربانیان از هراس واکنش‌های منفی دوستان و برای حفظ آبرو و اعتبار خود واقعیت پوشیده نگه می‌داشتند و نمی‌گفتند که به مصاحبه‌های اجباری وادار شدند. اشقیان نیز این می‌دانستند و مصاحبه‌های پخش نشده را چون شمشیر داموکلس بر فراز سر قربانیان نگه می‌داشتند. پس حکایت آن جهنم پوشیده می‌ماند و ناگفته. کسی باید از اعتبار و آبروی خود مایه می‌گذاشت، دل به دریا می‌زد، خطر می‌کرد، واکنش منفی دیگران به جان می‌خرید و پیش از پخش مصاحبه‌اش می‌گفت که چه ها بر او رفته است. به هنگام نوشتن آن نامه گمان می‌کردم که فضا با من نیز همان خواهد کرد که با دیگران. چنین نشد. جامعه روشنفکری و مبارزان سیاسی از آن خام اندیشی‌ها فراتر رفته بودند. حمایتی که از من شد این نشان داد، هرچند به هنگام نوشتن آن نامه این نمی‌دانستم. پس از چاپ نامه 14 دی‌ماه بود که هیچ کس دیگر نمایش مسخره ارشاد زندانیان و منطق برنده مباحثه‌گران زندان‌های ایران به جد نمی‌گرفت. شرم و ترس از روایت جهنم نیز رنگ باخت و برخی قربانیان زبان گشودند و حکایت خود بی شرم و ترس باز گفتند. رادیوهایی که در خارج از کشور به زبان فارسی برنامه پخش می‌کنند، آن نامه به میان مردم ایران بردند. پیروز فقهای دوانی با شجاعتی که در آن سالها تحسین برانگیز است، نامه مرا تکثیر و تا دور افتاده ترین شهرهای ایران پخش کرد. نوشته بود: رنجنامه فرج سرکوهی، تکثیر از پیروز فقهای دوانی. 1 سال بعد او را ربودند و کشتند. شاید یکی از دلایل قتل او کینه‌ای بود که به دلیل تکثیر و پخش نامه من از او در دل داشتند. پیروز فقهای دوانی از بچه‌های حزب توده بود و مدتی به همین اتهام در زندان بود. چندی پس از آزادی به فعالیت‌های علنی روی آورد. بولتنی تهیه و کپی و پخش می‌کرد حاوی مقالات سیاسی و اقتصادی از منظر چپ. به نشریات از جمله آدینه سر می‌زد و می‌کوشید با شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مخالف ارتباط برقرار کند. می‌گفت که در تلاش تأسیس جبهه‌ای است از چپ‌ها برای مبارزه با استبداد. نامه 14 دی‌ماه را در خارج نخست آقای توماس دریگر در تاکس سایتونگ و آقای آرنرود در داگنس نیهیتر با آلمانی و سوئدی چاپ کردند و ترجمه انگلیسی و فرانسوی و دانمارکی آن نیز چند روز بعد در بیشتر نشریات جهان به چاپ رسید. اغلب نشریات فارسی زبان نیز آن را بارها چاپ کردند. بر اساس همین نامه بود که قاضی ربیهاوی در لندن نمایشنامه‌ای نوشت به نام نگاه کن اروپا. هارولد پینتر این نمایش را در لندن و نیویورک به صحنه برد و خود در آن بازی کرد. اکبر سردوزامی در دانمارک کتابی نوشت به نام سرکوهی منم، عزیز منم. کامران بزرگنیا بر اساس این کتاب نمایشی را در برخی از شهرهای اروپا به صحنه برد. شعرها نوشته شد و متنها، اما به هنگام نوشتن آن نامه من هیچ از این همه که شد در ذهن نداشتم. پریشان بودم و در انتظار مرگ. آن پریشانی را نه فقط در معنا که در نثر نامه و غلطهای دستوری و لحن آن نیز میتوان دید. هوشنگ روزی به من گفت که شکل و محتوا و نثر آن نامه همگنی شگفت‌انگیزی دارند. نامه کار خود کرد. پس از نوشتن و فاکس نامه اندکی آرام شدم. اکنون مرگ راحت تر بود. اشقیا هنوز در صدد بودند که داستان خود بباورانند.
گفته بودند و در کیهان هوایی نوشته بودند که من قصد طلاق داشتم و به همین دلیل در آلمان با کسی تماس نگرفتم. چرا طلاق؟ در کیهان هوایی نوشته بودند طلاق، چون قصد ازدواج مجدد داشتم. برای اثبات ادعای خود به من و پروین فشار آوردند که باید ازدواج کنی، وگرنه پرونده شما را به اتهام روابط نامشروع به جریان میاندازیم. توهین‌ها و دشنام‌ها و انواع فشارها را بر ما روا داشتند. ازدواج فرمایشی را نمی‌خواستیم. می‌دانستم که به زودی مرا خواهند کشت. نشانه‌های هویدا بود. روزی آقای هاشمی مرا به وزارت اطلاعات احضار کرد و رنوی مرا گرفت. پروین به این نتیجه رسید که از معرکه دور شود. دستشان اگر به او نمی رسید، ازدواج اجباری ممکن نبود. به بهانه زیارت به مقبره حضرت عبدالعظیم رفت و از شلوغی و چادر مشکی بهره گرفت و فرار کرد و در جایی مخفی شد. 2 ساعتی بعد از غیبت پروین خبردار شدند. آقای هاشمی با کتک از من جای او پرسید. نمیدانستم. پرده آخر نمایش را بازی کردند. avogaboo.com 1 سال در توحید و اوین. 7 بهمن ماه 1375 من و اسماعیل برادرم را در تهران دستگیر کردند. آقای هاشمی و چند مأمور دیگر ما را به بوشهر بردند و جداگانه در سلول‌های اطلاعات بوشهر زندانی کردند. اول قصدشان ندانستم و گیج شدم. شکنجه ها فرصت فکر کردن نمیداد. چرا بوشهر؟ روز بعد به من گفتند که ما را غرق خواهند کرد و خواهند گفت که به هنگام فرار از کشور در آبهای خلیج فارس غرق شده اید. به اسماعیل نیز همین گفته بودند. خبر ناپدید شدن مجدد من و اسماعیل را فریده همان روز دستگیری ما به جهانیان اعلام کرد. جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که من ناپدید شده‌ام. دوستم علی سلطانی را که در آن روزگار با همسرش نگار پناهم بودند و یاورم در دشواری‌های جانفرسا دستگیر کردند. بعدها علی روایت کرد که اول او را به وزارت اطلاعات میبرند و بعد به زندان توحید. از او بازجویی میکنند. آقای هاشمی به علی میگوید که سرکوهی از راه آبی جنوب فرار کرده است. از او درباره چگونگی فرار من میپرسند. قصدشان میتوانست این باشد که به علی القا کنند که من فرار کردم تا او به فریده و مادرم بگوید و طرح خود باورپذیر کنند. علی را چند ساعتی نگه می‌دارند و میزنند. علی با زیرکی و دانایی که در اوست دستشان میخواند و پس از آزادی در تلفن به فریده میگوید که از من خبر ندارد. 3 روزی در اطلاعات بوشهر زندانی بودیم تا فریده نامه را چاپ کرد. به من هجوم آوردند. انتظار آن نداشتند که قربانی خرد و در هم شکستی آنها پس از آن همه ماجرا توان و جرأت کاری داشته باشد علیه آنها. از همان روز اول مدام میپرسیدند که ماجرای 48 روز زندانی خود را به که گفته ای؟ و من گفته بودم که لب نگشودم و با هیچ کس واقعیت نگفتم. اکنون دانسته بودند که تشت رسواییشان از بام افتاده است. ضرباهنگ شکنجه ها وحشتناکتر شد. تیر از کمان رها شده بود و نمیتوانستند آن را به جای خود بازگردانند. فریده با چاپ نامه کوس رسواییشان بر سر بازار عالم زده بود و هیچ کس ادعای آنها را باور نمی‌کرد. چاپ به موقع نامه و توجه جهانیان به آن جان ما نجات داد. پس از چاپ نامه بود که دستگیری ما قبول کردند. اعلام کردند که ما را در دهی در بوشهر با چند قاچاقچی دستگیر کردند. توجیهی برای آن 3 یا 4 روزی که منکر بازداشت ما بودند. با چاپ نامه جهان تکان خورد. مبارزه ای بی سابقه و حمایتی بی همتا راه افتاد که پیگیرانه تا آزادی و خروج من از کشور ادامه داشت. شکنجه اما از همان زندان بوشهر آغاز شد. اسماعیل را چنان زدند که سکته کرد. مرا نیز تا آستانه مرگ شکنجه دادند. از اسماعیل به دلیل پیگیری او در زمان ناپدیدی اول من و نیز به دلیل فاکس نامه کینه در دل داشتند و از من به دلایل بسیار. نامه که درآمد ما را از بوشهر به تهران به زندان توحید بازگرداندند. مرا به نام
فرهودی در دفتر زندان ثبت کردند. سلول 612. پس از سالها دوباره گذارم به همان کمیته مشترک افتاد که اکنون توحید خوانده میشد. از همان روز اول با شدتی بیشتر از بار پیش که بغض نامه را هم داشتند، شکنجه‌های طاقت فرسا آغاز شد. اسماعیل زیر کابل به حمله قلبی دچار شد. به اجبار شکنجه‌های توان فرسا، اسماعیل را به مصاحبه مطبوعاتی وادار کردند تا اتهاماتی را به من نسبت دهند که خبرگزاری‌ها در آن زمان منتشر کردند تا روحیه من را خردتر کنند. نوار مصاحبه را در اتاق بازجویی برای من هم پخش کردند. مصاحبه اسماعیل را در هتل لاله برگزار کردند. او را وادار کرده بودند متن مصاحبه را حفظ کند. مخلوطی از راست و ناراست. در متن آمده بود که فرج جاسوس فرانسه و آلمان بوده است. با گروه‌های برانداز ایرانی خارج از کشور همکاری داشته است. در آن 48 روز در آلمان بوده است و بعد به ترکیه و ترکمنستان رفته است. با دختری روابط نامشروع داشته است، قصد جدایی از همسرش را داشته است، قصد فرار از کشور داشته ایم و در بوشهر دستگیر شده ایم. آنچه فرج در نامه 14 دی‌ماه نوشته است دروغ است. اسماعیل گفت که نامه 14 دی‌ماه را او فاکس کرده است. این تنها جمله راست آن مصاحبه بود. خبرنگاری باهوش از اسماعیل پرسیده بود که در این 3 روز کجا بودید؟ بر اساس متن اسماعیل گفته بود که از تهران به شیراز رفتیم و از شیراز به اهواز و از اهواز به بوشهر. خبرنگار گفته بود که چرا دور زدید و مستقیم که نزدیکتر است از شیراز به بوشهر نرفتید. این پرسش را پیش بینی نکرده بودند. اسماعیل گفته بود رفتیم اهواز برای دیدن فامیل. در نوار صدای خنده نیز ضبط شده بود. اسماعیل اهل سیاست نبود. جوانی ورزشکار و خانواده دوست بود. آنچه کرد به مهر برادری کرد و آن زجرها و رنجها که کشید زندگی او دگرگون کرد. روح و جسم او را شکستند. در زندان توحید با شکنجه‌های توانفرسا و طاقتسوز دوباره وادارم کردند که همه اتهامات دنیا و تمامی گناهان ناکرده را در بازجویی‌ها و مصاحبه‌های ویدیویی که پخش نشد بپذیرم و به تمامی اتهامات دنیا از فساد جنسی و مالی و عقیدتی تا براندازی و جاسوسی و فعالیت در تمامی سازمان‌های پلیسی و جاسوسی داخلی و خارجی و منحله و فعال و رابطه با تمامی گروه‌های سیاسی مخالف داخلی و خارجی و قاچاق انواع مواد مخدر اقرار کنم. از کارشان لذت هم می‌بردند. انتقام نوشتن نامه را هم می‌گرفتند. برای فریب دادن عفو بین‌المللی و موریس کاپیتورن و مقامات ایرانی و برای فریب دادن بسیاری دیگر که من نمی‌دانم و برای خنثی کردن نامه 14 دی‌ماه مصاحبه و بازجویی‌های متفاوت دروغین تهیه می‌کردند. انگار قصد داشتند که همه را با اطلاعات غلط فریب دهند. هدف اصلیشان این بار خنثی کردن نامه بود. من اما تا حدی آسوده خاطر بودم. نامه چاپ و حقایق گفته شده بود. آن کس را که وجدان و خرد بود و چشم بینا همان نامه بسنده بود. در یکی از جلسه‌های شکنجه روزی که می‌خواستند مصاحبه ویدیویی جدیدی تولید و به یاری آن تأثیر نامه 14 دی‌ماه خنثی کرده و توجیهاتی برای ناکامی خود تهیه کنند، مقامی بالاتر از آقای هاشمی هم بود که در آن 48 روز صدایش را چند بار شنیده بودم. از حرفای او فهمیدم که رئیس هاشمی است و احتمالاً معاون حاج آقا حسینی یعنی آقای سعید امامی. به زیارت همکاران نیز نایل شدم که 1-2 تن از گردانندگان کیهان چند باری در جلسه‌های بازجویی حضور یافتند. یک بار هم کسی آمد که خود را از اعضای انتشارات دیدگاه معرفی کرد و درباره واکنش روشنفکران نسبت به کتاب‌های انتشارات دیدگاه پرسید. شفاهی البته. کارشان جعل تاریخ بود. با جوابی پرت دست به سرشان کردم. در 9 ماهی که در زندان توحید بودم، یک بار مرا به زندان اطلاعات شیراز بردند و در آنجا 5 دقیقه از پشت شیشه مرا به مادرم نشان دادند تا به دنیا بگویند که من زنده ام. پیش از آن نیز اجازه داده بودند که 1-2 بار با مادرم و 1-2 بار با فریده تلفنی چند کلمه‌ای حرف بزنم. ملاقات با مادرم در زندان اطلاعات شیراز و تلفن‌ها اقدامی تبلیغی بود تا با فضا مقابله کنند. در ملاقات با مادرم چندان رنجور و خرد شده بودم که مرا نشناخت و در مصاحبه با رادیوهای خارجی این بگفت: در زندان توحید از موجی که در حمایت من در جهان جریان داشت بیخبر بودم. فریده،
برای سلامتی من نگران بود. در خاطرات فریده که در کتاب دوم زندان چاپ شده است، آمده است که یک بار با همداستانی تنی از ایرانیان خارج از کشور کوشیدند تا به او و اتحادیه اروپا بباورانند که من اعدام شده یا در زندان مرده‌ام. موفق اگر می شدند، کارزار برای آزادی مرا متوقف می کردند. مدتی مرا دوباره به سلول انفرادی اطلاعات بوشهر بردند. انتقال به بوشهر برای واقعی جلوه دادن این ادعا بود که من و برادرم در بوشهر دستگیر شده ایم. در بوشهر به تاریخ زمان دستگیری و نه تاریخ واقعی پرونده سازی کردند و دوباره مرا به همان سلول 612 توحید برگرداندند. اول مرا به 15 سال زندان و پس از آن بر مبنای پرونده جعلی به جرم جاسوسی، روابط نامشروع و رابطه با گروه‌های برانداز خارج از کشور به 3 بار اعدام محکوم کردند، البته در همان دادگاه‌های زندان توحید که حکام شرع و قاضیان وزارت اطلاعات حکم را صادر و ابلاغ می‌کند و بازجو با کتک قربانی چشم بسته را وادار می‌کند که حکم را بی اعتراض امضا کند. پس از 9 ماه به دلیل فشارهای پرشدت و بی‌سابقه جهانی که دخالت رسمی اتحادیه اروپا منجر شد، مرا به دادگاه انقلاب بردند. در محکمه‌ای دربسته و خنده‌دار با حضور آقای هاشمی و حاج اصغرآقا به اتهام علیه تبلیغ جمهوری اسلامی به استناد نامه 14 دی‌ماه به 1 سال زندان محکوم شدم. وکیل هم بود. از پرونده هیچ نمی‌دانست. در دادگاه نیز سکوت کرد. خودش گفت که سرهنگ بازنشسته ارتش است و به حکومت شاه از قاضیان دادگاه‌های نظامی آن روزگار بوده است. گفت که در آن زمان نیز مسلمان بوده است و نمازگزار و با روحانیون کرمانشاه در تماس. مزد اسلام خود می گرفت. دادگاه انقلاب تهران که اکنون در آن محاکمه می شدم، در همان مجتمع دادگاه نظامی شاه بود. به دوران شاه در همان ساختمان در دادگاه نظامی محاکمه و به 15 سال زندان محکوم شده بودم. در آن وکیل و در آن ساختمان حکمتی در کار بود انگار. قاضی دادگاه انقلاب با سرعت مرا از اتهام جاسوسی، اعتیاد، روابط نامشروع، خروج غیرقانونی از کشور، رابطه با گروه‌های برانداز خارج از کشور، اتهاماتی که در دادگاه اول اعدام مرا سبب شده بودند، تبرئه کرد. باور نکردنی نبود. با خنده پرسید به ازای تبرئه از آن همه جرائم تبلیغ علیه جمهوری اسلامی را میپذیری؟ و توضیح داد که نامه تو را در تبلیغات علیه ما به کار بردند و اضافه کرد که حداکثر به 1 سال محکوم خواهی شد. باور نمی‌کردم. اما صحنه به نمایش‌های وزارت اطلاعات شباهت نمی‌برد. تقلیل 3 بار اعدام به 1 سال زندان، تبرئه شدن از اتهاماتی چون جاسوسی و دیگر اتهامات، آن هم در دادگاه انقلاب. ناباور اما با خوشحالی پاسخ مثبت دادم. بعدها دانستم که نه تنها آزادی من که حتی تبرئه من از اتهام جاسوسی از شرایط اتحادیه اروپا بوده است. دولت‌های اروپایی به نادر زمانهایی که معامله نمی‌کنند در ایران به کارهای بسیاری قادرند. پنجشنبه روزی بود بعد از دادگاه آقای هاشمی به من گفت که باید به همسرت زنگ بزنی و فقط بگویی که به 1 سال زندان محکوم شده ای. از تلفن زندان شماره فریده را گرفت. فریده نبود. در پیامگیر این گفتم و افزودم که به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی. کابوس اتهام ناروای جاسوسی و دیگر اتهام‌های دروغین به پایان رسیده بود. پس از افشای قتل محمد مختاری و داریوش پروانی فروهر و محمد جعفر پوینده گفتند که گروهی طاغی و خودسر در وزارت اطلاعات اینها کردند. بی اطلاع وزیران وقت اطلاعات آقایان علی فلاحیان، نجف آبادی و بی اطلاع رهبر و شورای امنیت ملی و رئیس جمهور آقای هاشمی رفسنجانی. به زمان آزادی محدود مطبوعات پس از 2 خرداد بسیاری اما می‌پرسیدند که گیرند که آقای سعید امامی و دار و دسته افعال خود از رهبران پوشیده می‌داشتند. اما نامه 14 دی‌ماه سرکوهی پرده از اعمال آنان برداشت. آقایان رفسنجانی و ولایتی، رئیس جمهور و وزیر خارجه رسما گفته بودند که سرکوهی در آن 48 روز در آلمان بوده است. گیرم که آقای سعید امامی و شرکا گزارش نادرست معروض کرده بودند، اما پس از نشر نامه 14 دی‌ماه که رازشان برملا شده بود، چرا رئیس جمهور نپرسید از آنان که از چه رو به او گزارش دروغ دادند؟ چرا آنان را تنبیه نکرد
که آنچنان اعتبار جمهوری و مقامات بالای آن را به بازی گرفته بودند؟ چرا آنان همچنان در مقامهای خود بودند؟ این پرسش‌ها در نوشته‌های شجاعانه کسانی از جمله آقایان باقی و اکبر گنجی مطرح می‌شد و در روزنامه‌هایی که هنوز بسته نشده بود به چاپ می‌رسید. در پاسخ و برای تبرئه آقای هاشمی رفسنجانی دروغ‌ها بافتند. حتی آقای مسعود بهنود هم در پیام امروز در مقاله‌ای با عنوان نفوذ نوشت که آقای رفسنجانی پس از انتشار نامه سرکوبی و آگاهی بر اقدامات خودسرانی این گروه 4 نفره دستور برکناری آقای سعید امامی و باند او را داده‌اند و ایشان نمی‌دانستند که در آن 20 سال در وزارت اطلاعات چه می‌گذرد. در 9 ماهی که پس از چاپ نامه در زندان توحید بودم، آقای هاشمی و آقای سعید امامی، حاج آقا حسینی و دیگران فعال بودند و همه کاره و دخیل در ماجراها و حکمشان در زندان و در دادگاه انقلاب و در وزارت برا بود. پس تا آن زمان یعنی 9 ماه پس از انتشار نامه من برکنار نشده بودند. مقاله نفوذ لبریز بود از اطلاعات نادرست و جعلیات و بافته‌های متناقض و خنده‌دار به قصد تبرئه بالادست‌ها. نمونه گویا از کار دلالان رسانه‌ای. پاسخ مفصلی نوشتم که چاپ نکردند. به من گفتند که آقای مسعود بهنود در جلسه تحریریه با تهدید واکنش سخت وزارت اطلاعات از چاپ پاسخ من جلوگیری کرده است. وزارت اطلاعات نیز تهدید آقای بهنود را با تلفن تایید می‌کند. مدتی پس از دادگاه مرا به زندان اوین منتقل کردند. حدود 3 ماه در زندان اوین بودم. بندهای 6 و 3 و 1 آموزشگاه. شیرین‌ترین روزها در اوین همان حدود 2 ماهی بود که مرا به بند 1 منتقل کردند. تعدادی از زندانیان سیاسی چپ و مجاهد و نیز ضارب آقای هاشمی رفسنجانی در این بند محبوس بودند و بهائیان و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در بندهای دیگر. در میان بندیان بند 1 آموزشگاه بودند کسانی که بیش از 17 سال خاک اوین و شلاق جلادان خورده بودند. تاریخ زنده. شاهدان درد کشیده و هستی سوخته قساوتی که 20 سال بهترین جوانان مملکت را به بند و تخت شکنجه و جوخه اعدام سپرده بود. انسان‌های شریف، مهربان، مقاوم، آرمانخواه و پرشور. اوین چهره دیگر کرده بود. آقای اسدالله لاجوردی که رئیس اداره زندانها بود، انحصار بازار سیاه مواد غذایی زندانها در دست داشت و از کارگران ماهر زندانی به نفع شرکت مشکات و شرکت صادراتی خود بیگاری می‌کشید. ملاقات شرعی، اجازه خلوت کردن با همسر شرعی در اتاقهای زندان اوین برای زندانیان غیر سیاسی به شرط حفظ بخشی از قرآن شاید تنها یادگار برنامه‌های گذشته دادستانی انقلاب لاجوردی بود. اکنون اوین و دیگر زندانها برای آقای لاجوردی منبع درآمد بود. بازجویی و شکنجه و توابسازی و مصاحبه‌های اجباری سیاسیون در زندانهای مخفی یا در توحید به وزارت اطلاعات واگذار شده بود. در میان کارکنان اوین افسری که مهربانی و انسانیت را در حق زندانیان سیاسی تمام کرده بود می‌دیدی تا جلادان و شکنجهگران وزارت اطلاعات. حکایت اوین را در حال اهل درد به تفصیل آورده‌ام. دادگاه انقلاب نامه 14 دی‌ماه را تبلیغ سوء علیه جمهوری اسلامی به حساب آورد. جلسه های دادگاه انقلاب با حضور آقایان هاشمی و حاج اصغرآقا برگزار می شد و عصر همان روز حاج اصغرآقا مرا در زندان توحید کتک زد. زندان توحید را از سال 1347 می شناختم. آلمانی ها آن را به دوران پهلوی اول ساخته بودند. در 1347 فلکه نام داشت و زندان موقت شهربانی و قرنطینه بود. محکومان را از هر دست از بازداشتگاه‌های گوناگون چند روزی در فلکه نگه می داشتند و بعد به زندان‌های گوناگون می فرستادند. در آن زمان در فلکه چشم‌های زندانی نمی بستند. سالهای 50 بود که زندان فلکه را وسیع‌تر کردند و شد کمیته مشترک ضد خرابکاری و مخصوص زندانیان سیاسی در مرحله بازجویی و شکنجه. قصابخانه‌ای بود
قضای روزگار کار من نیز به کمیته مشترک ضد خرابکاری انداخت. این بار شکنجهگاه اشقیا ساواک شاه بود و چشمهای زندانیان می‌بستند. پس از انقلاب بند 3000 نام گرفت و در اختیار اطلاعات سپاه بود که در سالهای 60 به بعد در سرکوب بیرحمانی مخالفان با دادستانی انقلاب آقای لاجوردی رقابت می‌کرد. با تشکیل وزارت اطلاعات به توحید تغییر نام داد و در اختیار این وزارتخانه بود. زندان اوین را هم خوب می‌شناختم که به دوران شاه جوانی ما را پیر کرده بود. زمانی که در زندان توحید بودم، غفار حسینی را کشتند. خبر را آقای هاشمی به من داد و گفت که غفار حسینی را هم حذف کردیم. در دل من خون بود و درد و خشم و در چشمای او لذت و شادمانی پیروزی. انگار که از فتحی بزرگ بازگشته بود. غفار شاعر خوبی بود، در سیاست با تجربه بود و از فعالان مؤثر جمع مشورتی. آزادی. پس از 1 سال آزاد شدم. این بار فضا دگرگون شده بود. روزنامه‌ها با آزادی بیشتری می‌نوشتند. نامه مرا همه خوانده بودند. ترس‌ها ریخته بود. فضا پذیرای من بود. روزنامه جامعه که به سردبیری شمس الواعظین منتشر می‌شد، به حمایت از من برخاست که برای اجازه سفر مبارزه می‌کردم. جمع مشورتی نیز نامه‌ای منتشر کرد با بیش از 70 امضا در اعتراض به ممنوع الخروج بودن من. خواستار آن شده بودند که به من اجازه سفر داده شود. جلسه‌های جمع مشورتی که به دوران زندانی بودن من تعطیل شده بود، پر رونق بود. ابراهیم نبوی مصاحبه‌ای با من کرد که در 3 شماره روزنامه جامعه چاپ شد. اکنون برخوردها فرق کرده بود، فضا هم بازتر بود. من اما نه قهرمان بودم و نه پهلوان و نه انسانی دور از ضعف‌های بشری و نه مدعی سیاست و جاه و مقام و اعتبار. دلبسته قلم بودم و نوشتن و شیفته کار حرفه‌ای خود و عاشق. آنان که گل بیخارند و قهرمان و پهلوان و دور از ضعف‌های بشری خود دانند که من هرگز چنین نبودم. بر کناره نیز نرفتم و گوشه عافیت نجستم. شاید از آن همه تلاش‌ها که کردم نقشی بماند از آرزومندی. جوانی را که شور و شری بود و امیدی ناممکن در دل، با زندان و درد به میانسالی بردیم و میانسالی من را اشقیا با زجر و هراس و شکنجه و داغ و درفش به پیری رساندند. اکنون پیرانه سر در دل شکسته و سودایی و تنهای خود می نگرم که چه گرم می تپد و می بینم که چه بد کردند با دل آرزومندمان تیرهای دشمن و طعنه‌های دوست. چه بد کردند با دل سودایی و عاشقمان شمشیرها و خنجرها که از هر سو بر ما فراز کردند و چه نصیب بردند اشقیای صفاک از آن همه که با ما کردند جز لعنت روزگار. پیری رسیده است و مرگ بر آستانه به انتظار نوبتمان چشم می دراند و ما و جلادان آرزوهای ما را به کام تنگ گور می برد. پانویس ها. 1. تکمله خارج از متن بر صفحه 17. فدائیان تا سال 60 بر جامعه روشنفکری و بر ادبیات و هنر ایران و البته بر جامعه ایران بیشترین تأثیرها را گذاشتند و در سالهای انقلاب از بانفوذترین نیروهای مؤثر بر کانون نویسندگان ایران بودند. برخی از بنیانگذاران و اعضای اولیه سازمان چون امیر پرویز پویان، علیرضا نامجل، بهروز دهقانی، مناف فلکی، روشنفکرانی فعال و خلاق در عرصه ادبیات هم بودند. بسیاری از روشنفکران خلاق ایران در دهه‌های 50 و 60 از فدائیان پشتیبانی می‌کردند. دوران حماسی شعر شاملو 49 تا 55 از مبارزات چریکی فدائیان و مجاهدین الهام می‌گرفت. دبیر اعدام شده کانون نویسندگان ایران سعید سلطانپور عضو سازمان فدائیان خلق ایران بود. بسیاری از اعضای نسل اول فدائیان پس زمینه روشنفکری و فرهنگی داشتند. اما پس از ضربه 50 و روی آوردن نسل دوم به سازمان، سنت فرهنگی و روشنفکری در میان فدائیان رنگ باخت. پس از ضربه 50 و قتل رهبرانی چون پویان و مسعود احمدزاده و علیرضا نامجل و چنگیز قبادی و بچه‌های فدایی در زندان بی سر بودند.
متفکرها و بالایی‌ها را زده بودند. نسل بعدی که پس از 50 به سازمان و مبارزه پیوست، فرصت خواندن و تأمل و رشد فکری نیافته بود. هر دو نسل در زندان به کسی احتیاج داشتند. با تجربه‌ای بیشتر از جوانان 20 تا 25 ساله‌ای که استبداد فرصت مطالعه و تجربه و آگاهی از آنان دریغ کرده بود. کسی که چیزکی هم بنویسد، در جدل‌های ایدئولوژیک و سیاسی هم خبره باشد، سابقه‌ای درخشان در مبارزه و مقاومت هم داشته باشد، شجاع هم باشد و رزمنده، از تئوری‌های مارکسیستی هم چیزهایی به گوشش خورده باشد، در آقای بیژن جزنی اینها همه جمع بود، موقع شناس هم بود و زرنگ، سوار شد بر موج. دوروبری‌های او در زندان بودند که پس از آزادی از زندان سازمان در هم پاشیده و ضربه خورده فدایی را در سالهای 56 به بعد جمع و جور و البته با همان شیوه‌های استالینیسی قبضه کردند. حتی تاریخچه سازمان فدایی مغلوب شد تا رهبر او را بر سازمانی که عضو آن نبود مشروعیت بخشند. گفتند سازمان از ترکیب گروه جزنی و گروه پویان و مسعود احمدزاده به وجود آمده است. هنوز هم میگویند چندان درست نیست. گروه جزنی ظریف چند سال پیش از تشکیل گروه فدایی لو رفت، دستگیر شدند و به زندان افتادند. چندتایی چون حمید اشرف دستگیر نشدند. علی اکبر صفایی فراهانی و صفاری آشتیانی رفتند عراق و فلسطین. سال 1349 معتقد به تئوری کانون‌های شورشی به شیوه کاسترو و چه گوارا برگشتند به ایران. گروهی را گرد آوردند تا در جنگل‌های شمال کانون شورشی بپا کنند. گمان می‌کردند مردم آماده شورشند و چون کوباییان به کانون شورشی می‌پیوندند. علی اکبر صفایی اینها را در جزوه آنچه یک انقلاب باید بداند نوشته است. حتی این نظریه هم چندان ربطی به آقای بیژن جزنی نداشت. به زمانی که این تحولات رخ داد، او به بند بود. فدایی‌ها مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان و مفتاحی‌ها و بچه‌های تبریز با تئوری کانون‌های شورشی مخالف بودند. کار میان کارگران و روستاییان را به شیوه‌های توده‌ای و مائویستی آزموده بودند. با شکست گوارا در بولیوی و با مطالعه کتاب‌های انقلاب در انقلاب و نقد سلاح‌های رژی دبره کانون‌های شورشی را نفی کرده بودند. رأیشان مبارزه چریکی در شهرها بود و هدفشان تبلیغ مسلحانه برای متحد کردن پیشاهنگ مبارزه آگاه و آگاه کردن مردم برای به وجود آوردن شرایط ذهنی انقلاب. نگاه کنید به همان دو جزوه ضرورت بقا، پویان و تاکتیک و استراتژی مسعود. اینها درست یا غلط فرق داشت با کانون شورشی. عباس مفتاحی علی اکبر صفایی را می‌بیند، چند جلسه‌ای بحث می‌کنند. یکی از بچه‌های فدایی را هم برای مخفی کردن به گروه کوه او می‌فرستند که ماجرای سیاهکل بر گروه کوه تحمیل می‌شود. برای آزاد کردن یکی از بچه‌ها به پاسگاه سیاهکل در نزدیکی لاهیجان حمله می‌کنند و گروه در سرکوب نابود می‌شود. واکنش مردم به جای پشتیبانی از آنان با پلیس در دستگیریشان همکاری می‌کنند. اساس تئوری کانون شورشی برباد می‌دهد. کشته می‌شوند و اعدام و زندانی. گروه از بین می‌رود و بقایایشان به فدایی‌ها می‌پیوندند. اما هنوز هم همان تاریخچه رسمی و نه چندان درست تکرار می‌شود. اکنون که تاک و تاک نشان به تاریخ پیوسته‌اند، تأثیر هر دو جریان را بر جامعه و تاریخ ما می‌توان دید و نظریه‌های هر دو جریان در کوری تجربه‌های غث و سمین خود نموده است. این روایت که نوشتم نه به قصد نقد که تنها به کار راست در نوشتن تاریخ می آید. ارزیابی درستی و نادرستی این و آن نظریه بحثی متفاوت دارد. شاید که آنچه تاریخ نه چندان درست را در زندان برای جزنی ساختند یا او خود ساخت تا رهبریش را مشروعیت بخشد. تا زنده بود در زندان رهبر بود، مستبد بود و عوام فریب، باهوش بود و مقاوم بود و مبارزه برازنده و سازمانده. در ادبیات و هنر به اقتضای زمان و زمانه کپی کمیسرهای حزبی کمسوادی بود که به دلیل موقعیت سیاسیشان بر فرهنگ حکم می‌رانند و اهل اندیشه و پرسش را تاب نمی‌آورند. دست بالایی داشت در فضاسازی و انگ زدن علیه دیگران. هر جا که او بود، هر چه جز رئالیسم سوسیالیستی روسیه بایکوت می‌شد. هر جا که او بود، مقاومت در برابر پلیس شاه، روحیه بچه‌های زندان بالا بود. جزنی را کشتند. در فرهنگ ما در گذشتگان
خورده نمیگیرند که دستشان از دنیا و پاسخگویی کوتاه است، اما آنکه چون جزنی حضوری مؤثر بر تاریخ داشته است، زنده است. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogaboo.com